گرگ ها، امیرسامان گیلانی. راوی نسیم. تولید و پخش فایل صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. هفت. اسفندیار در آزمون تخصصی قبول شد. بیمارستان‌ها شدیداً به آسیستان‌ها برای پاسخگویی به خیلی بیماران نیاز داشتند. پس از چندی دانشگاه‌ها با اعلام شرایط اسلامی بازگشایی شد. در آخرین روزهای خدمت وظیفه اسفندیار منیژه زایمان کرد و دختری به دنیا آورد. حال این خانواده 3 نفره عازم پایتخت بودند تا دوره جدیدی از زندگی را آغاز کنند. بلندگوی بیمارستان چند بار اعلام کرد: آسیستان جراحی به اورژانس، آسیستان جراحی به اورژانس. اسفندیار که در پاویون بود به سرعت روپوش سفید را پوشید و با عجله از پله‌ها سرازیر شد. وقتی به اورژانس رسید پرستار گفت: دکتر، یه جوانی با زخم قفسه سینه و تنگی نفس اومده. دکتر پسر جوان را معاینه کرد. تنگی نفس مشهود بود. دور دهانش کبود بود و پره‌های بینی‌اش به شدت باز و بسته می‌شد. جسم تیز و برنده‌ای از لای دنده‌ها به قفسه سینه اصابت کرده و زخم عمیقی ایجاد کرده بود. از زخم در هر دم هوا به داخل سینه کشیده می‌شد. اسفندیار برای چند دانشجوی پزشکی که دور بیمار جمع شده بودند توضیح داد که مریض زخم مکنده سینه دارد که خیلی خطرناک است. باید سریعاً عکس گرفت و اقدام کرد. رادیوگرافی پورتابل گرفته شد و دکتر به دانشجویان نشان داد که هوای زیاد که احتمالاً با پارگی ریه همراه بوده سبب خوابیدن ریه و کمبود اکسیژن شده است. بلافاصله او را به اتاق عمل سرپایی بردند و دکتر لوله سینه بزرگی داخل قفسه سینه گذاشت و سر دیگر لوله را با سیستمی به داخل بطری بزرگ آب آورد. چند دقیقه نگذشت که حال بیمار خوب شد و توانست نفسهای راحت بکشد. بعد اسفندیار از بیمار پرسید: می توانی حرف بزنی؟ بیمار در حالی که ماسک اکسیژن روی بینی و دهانش بود سرش را به علامت تایید تکان داد. دکتر ماسک را برداشت و گفت که نفس عمیق بکشد. برای دانشجویان توضیح داد که نیازی به ماسک نیست، ریه باز شده و بیمار راحت است. بیمار را بفرستید عکس کنترل بگیرد و با قبل مقایسه کنید. کاملا معلوم است که کبودی دور لب و لرزش پره‌های بینی از بین رفته و راحت نفس می‌کشد. بعد از جوان پرسید: با چی زدند به سینه‌ات جوان؟ با قیچی بلند و تیز. اولش منو چند نفر گرفتند و یکی موهای بلندم را چید و گفت: بیتلی میذاری ها؟ بگیر. و با نوک قیچی محکم زد به سینه‌ام. کیها بودند؟ برای چی؟ موتورسوارها، حزب اللهی ها. تعدادشان زیاد بود. هر کی آستین کوتاه پوشیده بود گیر میدادند. منو به خاطر موهای بلندم گیر دادند. اولش از 4 طرف موها را چیدند، بعدش هم. دکتر تعجب میکرد که این چه حرکت ضد بشری است. لباس و موی سر من چه ارتباطی به دیگران دارد؟ یکی از دانشجوها گفت: آقای دکتر، مدتی است که با موتور میریزند و هر جا مظاهری از شؤونات غربی یا غیر اسلامی ببینند گیر میدهند. مثلا خانم‌ها اگر موی سرشان بیرون باشد یا لباسهای رنگی و ناجور بپوشند اذیت میکنند. در همین وقت سر و صدای زیادی برپا شد. صدای موتورها تا جلوی در اورژانس رسید و عده‌ای مردهای تنومند و جوان با ریش‌های انبوه که در پیش آنها آخوندی لاغر و بلندقد با عمامه سیاه قرار داشت وارد اورژانس شدند. پرستار سریع به طرف آنها رفت و فریاد زد: کجا آقایون؟ اینجا بیمارستانه، چه کار دارید؟ آخوند گفت: هر جا باشه برای انقلاب فرق نمیکنه، از هر دری وارد میشه. ما شنیدیم اینجا عده‌ای حجاب را رعایت نمیکنند، درسته؟ نه خیر آقا، اصلا چنین چیزی نیست. در این موقع دکتر که بر بالین جوان بود رو به آخوند گفت: شما دستور دادین این بلا را سر این جوان بیارن؟ چه کسی با قیچی ریه این آدم را پاره کرد؟ آخوند چند قدم به طرف دکتر پیش آمد و با قیافه درهم پرسید: جناب عالی چه کاره باشید؟ من آسیستان جراحی هستم. این جوان با خونریزی و تنگی نفس به اینجا آورده شد.
به خاطر موی بلندش او را مضروب کردین؟ به چه جرمی؟ شما مگر قاضی هستید؟ گیرم که جرمی مرتکب شده باشد می توانستید دستگیرش کنید تا محاکمه شود. خودتان محاکمه و اجرای حکم می کنید؟ آن هم به این طرز وحشیانه؟ آخوند به شدت عصبانی شد، به طوری که سر و دستهایش می لرزید. گفت: مواظب گفتارت باش آقای دکتر. میدانی با کی داری حرف میزنی؟ فرقی نداره کی هستی، شما مواظب رفتارتان باشید. به لشکریان خود بگو با مردم چنین رفتار وحشیانه‌ای انجام ندهند. اسم من نقطه‌چین است. حواست هست دکتر؟ من اگر بخوام همین الان میتونم دستور بدم تو رو دستگیر کنم. فهمیدی؟ ببین آخوند، تو هر کی هستی باش، برای من هیچ اهمیت نداره. آنچه برای من اهمیت دارد جان انسان هاست. من پزشکم. شغل من مقدستر از شغل توست. به این مکان بدون اجازه وارد شدی. حرمت بیمارستان از مسجد بیشتر است. هرچی زودتر لشکرت را بردار و از اینجا برو. اسفندیار مثل کوه جلوی او ایستاده بود و قاطعانه سخن می‌گفت. آخوند مات به او خیره شده و خاموش بود. بعد یک باره به خود آمد و با اشاره دست به جماعت همراهش دستور عقب نشینی داد. پیش از رفتن از پرستار پرسید: اسم این دکتر چیه؟ پیش از آن که پرستار چیزی بگوید، دکتر چند قدم به جلو برداشت و درست در چشمای آخوند نگاه کرد و گفت: چرا از خود من نمی‌پرسی؟ من اسفندیار نقطه‌چین هستم. 8. هر شب آسمان پایتخت مورد تجاوز جنگنده‌های میگ دشمن قرار داشت. گرچه پدافند هوایی مرتب شلیک می‌کرد ولی هرگز نتوانست یکی از آنها را سرنگون کند. تنها صداهای شلیک ضد هوایی وحشت را در دل مردم می‌افزود. سرانجام جنگنده‌های دشمن چند نقطه را بمباران می‌کردند و می‌رفتند. وقتی آژیر قرمز پخش میشد، مردم سراسیمه به زیرزمین‌ها پناه می‌بردند. در حین فرار و پناه بردن، چه بسا مادرانی با کودکان خود در راه پله‌ها سقوط می‌کردند و در یکی از این حملات شبانه، منیژه با شیرخوار خود روی پله‌ها افتاد. نیم ساعتی هم آنجا افتاده بود. پیشانیش درد و تورم داشت. بچه مرتب گریه می‌کرد. چراغ‌ها خاموش بود و هیچ کاری در آن تاریکی از دستش ساخته نبود. دقایقی بعد صدای انفجار مهیبی ساختمان را تکان داد. معلوم بود که جایی در همان نزدیکی مورد اصابت راکت قرار گرفته است. بعد از نیم ساعت چراغ راه پله روشن شد و توانست بلند شود و به آپارتمان برگردد. به بچه شیر داد و آرامش کرد تا خوابید. سپس سرش را در آینه دید که به اندازه یک گردو متورم و سیاه شده بود. صدای همسایه‌ها در راهرو و دویدن مردم در کوچه را شنید. بیرون آمد و سوال کرد چه شده؟ کسی گفت تو کوچه روبرو 2 ساختمان مورد اصابت راکت قرار گرفته. معلوم نبود چند نفر در آنجا کشته شدند. شیشه پنجره و درها شکسته شده بود. خطر همه را تهدید می‌کرد. از صدای کسانی در راهرو فهمید که عده‌ای کشته شده اند. در بیمارستان اغلب در زمان حمله هوایی به تماشای آسمان شب بالای بام می‌رفتند. خیلی که دقت می‌شد میگ‌ها دیده می‌شدند. از هر سو پدافندها به طرف آنها شلیک می‌کردند که رشته‌های نورانی در تاریکی شب می‌درخشیدند، اما به هواپیماهای دشمن نمی‌رسیدند. آنها به راحتی در بالای شهر جولان می‌دادند و سرانجام راکت‌ها را شلیک می‌کردند و می‌رفتند. این حملات در تمام شهرهای بزرگ کشور رخ می‌داد و تقریباً همیشه موفق بودند. خیلی زود نقاطی که مورد حمله دشمن قرار می‌گرفتند به گوش همه می‌رسید. اسفندیار آن شب با شنیدن محلی که آسیب دیده بود نگران شد. زنگی به منظر زد و با منیژه صحبت کرد. اسفند، با بچه که در بغلم بود موقع رفتن به طرف زیرزمین افتادم. همه جا تاریک شد. همانجا بودیم تا حمله تمام شد. صدای انفجار وحشتناک بود. تمام شیشه ها ریختند. با بچه افتادی؟ طوری نشدید؟ بچه را تو بغلم محکم داشتم. صدمه ای ندید، اما سرم به پله خورد و ورم کرد. کمی کبود شده. بیهوش نشدی؟ حالت هوا نداری؟ نه، این علایم را نداشتم. فقط محل تورم دردناک است. بسیار خوب. یک پارچه سرد روی اون ناحیه تورم بذار. احتمالاً خطری نیست. من صبح میام عزیزم. خدا حافظ. توی پاویون بعد از پایان حمله هوایی آسیستان‌های رشته‌های مختلف پشت میز غذاخوری نشسته بودند و ضمن نوشیدن چای گپ می‌زدند. آسیستان داخلی گفت: اگر زمان شاه بود جرأت پرواز به حریم هوایی ما را داشتند. الان خیلی راحت میان و در آسمان میهنمان مانور میدند. چند جا را میزنند و در میرند.
تیمسار فرماندهی هوایی کجاست که با F-14 در پایتخت دشمن همسایه عملیات نمایشی اجرا کند و هیچ خلبانی از دشمن از ترس نگاهی هم به مرزهای ما نکند؟ او را اعدام کردند. به چه جرمی؟ چون سرباز شجاع میهن بود. الان هم قطعات هواپیماهای پیشرفته را از کی بگیریم؟ از آنهایی که دیپلمات‌هایشان را گروگان گرفتیم؟ آخه یک حرکت صحیح کردیم. صدور انقلابمان چه بود؟ خب، مملکت را درست می‌کردیم. هر کی می‌خواست از ما الگو برمی‌داشت، نه اینکه به زور جنگ و اسلحه و گروگانگیری انقلاب صادر کنیم. هر یک از پزشکان اظهار نظری کردند و تا دیر وقت بحث می‌کردند. سرانجام برای استراحت به اتاق خود رفتند. 9. 3 سال از آغاز جنگ گذشت. در طول این مدت خسارت زیادی نصیب کشور شد و هزاران نفر کشته و مجروح شدند و خسارات روحی جبران ناپذیری عاید مردم گردید. به هر تقدیر جنگجویان میهن در پایان این مدت تمام اراضی اشغالی را از دست دشمن باز پس گرفتند و آنها حاضر به مذاکره صلح شدند. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای در خصوص صلح صادر کرد و بعضی از کشورهای همسایه تعهد پرداخت خسارت جنگ نمودند. با تمام این احوال امام راضی به خاتمه جنگ نشد و گفت آشتی با کفار معنی ندارد و جنگ باید ادامه یابد و راه قدس از کربلا می‌گذرد. به این ترتیب جنگ ادامه یافت. حدود 5 سال بعد امام در شرایط بسیار بدی به ناچار قرارداد صلح را پذیرفت و به روایتی از قول ایشان جام زهر را نوشید. تا آن زمان هزاران نفر آواره و نزدیک 1 میلیون کشته و مجروح و خسارات بیشماری باقی ماند. در طول زمان 8 سال جنگ تمام ادوات و ابزار باقی مانده از رژیم قبل به پایان رسید. اقتصادی ضعیف و ناتوان و مردمی خسته به جا ماند. سرگذشت این جنگ ویرانگر و بیفایده خواندنی است. نبردی که نتیجه آن هیچ چیز برای وطن در بر نداشت و دو طرف قراردادی که سالها قبل بسته بودند بازگشتند. در طول دوره تخصص اسفندیار چند بار به جبهه اعزام شد که خاطرات آن را طی نامه‌هایی به عنوان نامه‌هایی به شقایق برای دختر کوچکش ارسال کرد. در این نامه‌ها فضای جبهه جنگ را شرح می‌دهد و از کشته شدن آدم‌ها بدون دلیل تأسف می‌خورد. او می‌گوید کسانی که همدیگر را می‌کشند هرگز همدیگر را ندیده‌اند و با هم دشمنی نداشته‌اند. سرنوشت آنها را دیگران رقم زده‌اند، دیگرانی که بر طبل جنگ می‌کوبند و ادامه می‌دهند. در میان مجروحان کودکان 15 یا 16 ساله‌ای به چشم می‌خورد که در قالب گروه‌های بسیجی به جبهه اعزام شدند و ترکش خمپاره، سینه و شکم یا سرشان را سوراخ کرده بود و حال نزاری داشتند. آنان باید در مدرسه باشند و درس بخوانند یا بازی کنند، حال آنکه در اتاق عمل بوده و شکم یا سینه‌شان را باز کردند و کسانی از آنها قبل یا بعد از عمل آفتاب فردا را ندیدند. این رزمندگان کمسال بدون هیچ آموزش قبلی در پایگاه‌ها و مساجد با سرود و اشعار شورانگیز مذهبی تهییج و با شوق شهادت کشته شدن در راه خدا راهی جبهه می‌شدند. اسفندیار شاهد صحنه‌های دلخراشی در جنگ بود. حمله بی‌امان هواپیماهای دشمن به قرارگاه‌ها و مناطق پشتیبانی و بیمارستان‌های صحرایی که تماماً در زیرزمین قرار داشت. راهروی زیرزمینی به طول 25 تا 30 متر که در دو طرف آن سوله‌های کوچک و بزرگ به عنوان اتاق خواب، انبار، اتاق عمل با تمام تجهیزات و رکاوری، بعد موتورخانه و ژنراتورهای بزرگ که نور آنجا را تامین می‌کردند و نمازخانه همه دنیای زیرزمینی عجیبی را تشکیل می‌دادند. هر لحظه ممکن بود آژیر آمبولانسی که تعدادی مجروح را از خط مقدم به بیمارستان می‌آورد به گوش رسد. بلافاصله تیم پزشکی مجروح را به اتاق عمل منتقل می‌کرد و بعد از خارج کردن لباس و شستشوی زخم‌ها میزان آسیب ارزیابی و اقدام لازم انجام می‌شد. گاهی مجروح نیاز به عملی بزرگ و سریع روی شکم یا سینه و اندام داشت. حمله گاهی وقتی که شکم مجروح باز و روده ها بیرون بودند و دکتر مشغول ترمیم احشا بود شروع می‌شد و اتاق عمل به لرزه در می‌آمد و پرسنل هر یک به طرفی فرار می‌کردند و پناه می‌گرفتند. در این حالت دکتر تنها سر تخت عمل بود. داد می‌زد: کجا رفتید دوستان؟ وسیله می‌خوام، زود باشین، وضعیت بیمار خوب نیست. در این حال به آنها حق می‌داد که از ترس جان پناه بگیرند. دقایقی بعد اوضاع عادی می‌شد و همه سر کار برمیگشتند. تا پایان مأموریت این لحظه‌های پر استرس ادامه داشت.
بعضی شبها دکتر به اتفاق فرمانده قرارگاه از سوله خارج میشد و زیر آسمان پرستاره جنوب قدم میزد. در دوردست سمت خط مقدم جبهه نورهای قرمز درخشان به چشم می‌خورد و به دنبال آن صداهای انفجار به گوش می‌رسید. 10. صبح زود بیدار شدم و آهسته از زیر زمین بیرون آمدم. باورت نمی‌شود، یک بار گویی وارد بهشت شده‌ام. در جلوی چشمم طبیعت با نهایت زیبایی دامن گشوده بود. کوه تا قله سبز بود. در دره رودی خروشان به رنگ آبی روشن جریان داشت. دامنه کوه‌ها و دشت‌های اطراف از گل‌های رنگارنگ پوشیده بود. تعجب کردم. خدای من در جبهه هستم. اینجا کجاست؟ چقدر با محل مأموریت قبلی جزیره مجنون در جنوب فرق دارد. مگر می شود در این فضای زیبا و عطر گل‌های بهاری کسی به جنگ و خونریزی فکر کند؟ باور نداشتم، اما یک حقیقت جلوی چشمم بود. جای اصابت راکت روی صخره روبرو که همین دیشب آنجا چند نفر جان خود را در این بهار دلانگیز از دست دادند. نفسهای عمیق کشیدم و خود را به دامن طبیعت رها کردم. شقایق جان، چرا انسان وقتی زندگی میتواند اینقدر زیبا باشد میجنگد؟ برای چه میجنگد؟ بودن به از نبود شدن، خاصه در بهار. یک رزمنده به من نزدیک می شود. آقای دکتر، لباس ضد شیمیایی را بپوشید. ماسک همراه داشته باشید. اینجا حملات شیمیایی زیادی شده است. از او به خاطر تذکرش تشکر کردم. چند بار به اتفاق تیم پزشکی در حالی که لباس ضد شیمیایی، کلاه و ماسک داشتیم به طرف دامنه کوه رفتیم. از مناظر اطراف لذت بردیم و عکس‌های یادگاری گرفتیم. یک هفته از شروع بهار گذشته بود. حملات و جنگ ادامه داشت. گاهی تعدادی مجروح به بیمارستان می آوردند که مطابق معمول درمان می شدند. روزها از پی هم گذشتند تا روز 13 سال فرا رسید. همه فکر می کردیم در چنین روزی خانواده ها به دامن طبیعت می روند. ولی ما فرسنگ ها از خانواده دور بودیم و هر آن خطر بمباران ما را تهدید می کرد. خلاصه تصمیم گرفتیم ما نیز در جبهه مراسم باستانی 13 سال را اجرا کنیم. یک گروه 10 نفره با لباس شیمیایی نفری یک پرتقال برداشتیم و عازم شدیم. قبل از حرکت یک سرباز که 100 متر پایینتر از محل ما چادر زده بود و پاس میداد به سوی ما آمد. بچه شمال بود. یک کاغذ به من داد و گفت: آقای دکتر، این نامه را برای مادرم نوشتم. لطفاً بخوانید ببینید درست نوشتم. سواد اندکی داشت ولی نامه را در چند سطر خوب نوشته بود. گفتم: خوبه، آفرین. تشکر کرد و به طرف چادر برگشت. ما حرکت کردیم. یک مسیر با شیب ملایم را به طرف بالای کوه پیمودیم. بعد از یک ربع ساعت به پشت کوه رسیدیم. خسته شده بودیم. روی سنگ‌ها لای درختان جنگلی نشستیم. استراحت کردیم و میوه خوردیم. دقایقی بعد ناگهان غرش هواپیماها جمع ما را به هم ریخت. صدای شلیک راکت را که زوزه می‌کشید شنیدیم. همه روی هم افتادیم. صدای مهیب برخورد جسمی سنگین را به زمین در نزدیکی خود شنیدیم. خاک و سنگ به هوا برخاست و تاریک شد. ما همچنان روی هم افتاده تکان نخوردیم. لحظاتی بعد کم کم سر را بلند کردیم. سالم بودیم و در 10 متری ما یک راکت تا نیمه در خاک فرو رفته بود. یکی داد زد: عمل نکرده، فرار کنیم. جسم سفید رنگ استوانه‌ای شبیه به موشک که سر آن در خاک و ته آن به صورت پره‌هایی بیرون بود. با عجله به طرف پایین کوه و قرارگاه سرازیر شدیم. موقع فرود صدای یک انفجار در پایین همانجا که سربازی چادر زده بود و پاس میداد به گوش رسید. نفس زنان خود را به داخل سوله بیمارستان کشیدیم. مدام این جمله در مغزم تکرار میشد: عمل نکرده. یعنی چه؟ یعنی اگر عمل میکرد ما آبکش میشدیم؟ چه بلایی سر ما می آمد؟ دقایقی بعد بیرون آمدیم و به محل انفجار راکت که پایین بیمارستان اصابت کرده بود رفتیم. سرباز شمالی که نیم ساعت پیش نامه اش را به من نشان داده بود متلاشی و روده هایش بیرون ریخته بود. او مرده بود. در گوشه ای یک تکه کاغذ به چشم خورد. آن را برداشتم. نوشته بود: مادرم، حالم خوب است. امروز اتفاق جالبی افتاد. همراه چند نفر از تیم پزشکی به طرف دره و کنار رودخانه رفتیم. گشتی زدیم و از طبیعت بهاری لذت بردیم. موقع برگشتن یکی از دوستان پرسید: اون چیه؟ همه به آن طرف کنار رودخانه که او اشاره می‌کرد نگاه کردیم.
در کنار آب جسمی شبیه آدم تکان می‌خورد و بالا و پایین می‌رفت. واقعاً یک آدم بود. بله، یک سرباز در رودخانه بیهوش افتاده بود. او را بالا کشیدیم. یک دستش قطع شده و گویا آب آن را برده بود، ولی خونریزی نداشت. دست دیگر نبض ضعیفی داشت و نفس‌های منقطع و سطحی می‌کشید. او را بلند کردیم و به سرعت به بیمارستان آوردیم. با تلاش بسیار رگ گرفته شد. سرم و خون تزریق گردید تا احیا شد. معلوم نبود چند وقت آنجا افتاده. در هر حال بعد از احیا و گرم کردن کم کم ناله‌هایش شروع شد. حال نبض پری داشت و شریان دست قطع شده خون میداد. به سرعت شریان را بستیم و زخم را ترمیم کردیم. فردای آن روز با آمدن یک اکیپ درمانی شامل جراح و تیم اتاق عمل، مأموریت من در آنجا پایان یافته بود و باید به شهر بزرگ غرب کشور برمیگشتم. به شهر آمدم و آن مکان زیبا و وحشتناک را ترک کردم. اینجا ماشین و آدم‌های معمولی از همه نوع دیده می‌شد. هرچندگاه حمله هوایی بود، همه می‌دویدند و به زیرزمین پناه می‌بردند. ولی برای من انگار این حملات کوچک و بی اهمیت بود. مثلا زحمت پناه بردن را به خود نمی‌دادم. روی تختم دراز می‌کشیدم و مطالعه می‌کردم. گرگ‌ها، امیرسامان گیلانی. راوی نسیم. تولید و پخش فایل صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. بخش ششم. 1. پروین عزیزم کجایی؟ پاسخی نشنید. دوباره صدا کرد. باز بی نتیجه بود. تمام اتاقها را گشت. نبود. کم کم دل واپس شد. آمد توی حال و از پنجره به حیاط نگاه کرد. حیاط خلوت، حوض با آب آبی آرام و ماهی‌های قرمز درخشان زیر نور آفتاب صبح منظری زیبایی داشت. نسیم ملایمی برگ‌های زمین را جابجا می‌کرد. عطر گل‌های سفید نارنج در فضای باغ و حیاط به مشام می‌رسید. در وسط باغ باد دامن آبی گلداری را تکان می‌داد. آنجاست. وسط باغ زیر درختان نشسته است. به سرعت از پله‌ها پایین آمد و به باغ رفت. پروین روی نیمکتی نشسته بود و پاهایش را تاب می‌داد. باد با موهای خرمایی بلندش بازی می‌کرد. چشمهایش را بسته بود و سرش را به عقب خم کرده بود. با صدای خشخش برگ‌ها متوجه قدم‌هایی شد و چشمش را باز کرد. راد، توی عزیزم، بیا کنار من بنشین. پروین نازنین، چرا مرا تنها گذاشتی؟ دیدم خوابی، من هم آمدم از این هوای روح بخش لذت ببرم. راد کنار او نشست و دستش را دور گردن او حلقه کرد و مثل کسی که اولین بار او را دیده باشد در صورت و چشمهایش خیره شد. ساقهای سفید و زیبایش بیرون بود. سینه‌های خوش شکل بلورش از چاک بلوزش هویدا بود و چشمهای آهویی میشی رنگش می‌درخشیدند. اینها همه راد را دیوانه می‌کرد. با دستش او را به طرف خود کشید، آهسته بوسه‌ای محکم و طولانی از لب‌هایش رو بود و بعد نفس عمیقی کشید. گویی از خواب عمیق و طولانی بیدار شد. پروین جان، چقدر احساس خوشبختی می‌کنم. از اینکه در کنار تو هستم لذت میبرم. دلم میخواهد بزرگترین هدیه را برایت بگیرم. هرچه دوست داری برایت بخرم. تو را از جان بیشتر دوست دارم عزیزم. همسر مهربانم، نیازی به هیچ چیز نیست. من نمیخواهم چیزی برایم بخری. تو به اندازه کافی به من محبت کردی. من از تو راضیم. راد در حالی که در آغوشش میکشید چند بوسه بر پیشانی و صورت و لبهایش زد و در حالی که او را بلند میکرد گفت: بلند شو عزیزم، باید صبحانه بخوریم. من میرم نون تازه بگیرم. نیازی نیست همسرم، چون من صبح زود نون تازه خریدم. چی؟ تو نون گرفتی؟ چرا بیرون رفتی پروین؟ چه اشکالی داره عزیزم؟
نمیخوای این زندانی را رها کنی؟ تا کی میخوای در حبس خانگی باشم شوهر خوبم؟ وای خدای من تو را حبس کنم؟ نه هرگز آهوی زیبایم، من غلط کنم. من فقط نمیخوام تنهایی بیرون بری، چون خودت میدانی شرایط جامعه چطوره، مرتب گیر میدن. خانم موهاتو درست کن، روسریتو درست کن، حجابتو نگه دار و از این حرفا. گاهی بعضی خانم‌ها را برای 4 نخ زلفشان که بیرونه بازداشت میکنند. درسته عزیزم، اینها رو میدونم و رعایت میکنم، ولی خلاصه باید پامو از این در بیرون بذارم یا نه؟ پروین من میترسم، باور کن اون بیرون گرگ‌هایی هستند که تمام کن عزیزم، بریم صبحانه بخوریم. هنگام صرف صبحانه راد گفت همسرم به کتایون گفتی بیاد اینجا با ما زندگی کند، نظرش چیست؟ بله گفتم، او هم موافق است. فعلا چون سال آخر دبیرستان است و خود را برای آزمون کنکور دانشگاه آماده می کند، می خواهد تنها باشد. درسته جانم، ولی این همه اتاق توی این خونه هست، چرا تنها باشد؟ صلاح نیست، دختر جوان اینجا در کنار مادرشه. میدونی من او را مثل دختر خودم دوست دارم. میدونم راد، کمی صبر کن تا خودش آماده شود. من هم دلم میخواد دخترم با ما باشه، ولی بعد تکلیف اون خونه چی میشه؟ میفروشی، پولش رو هم برای خودت و دخترت پسنداز میکنی. آخه اگه یه وقت اسفندیار بیاد خونه نداشته باشه؟ اینجا خونه یه دکتره، هر وقت بخواد بیاد من خوشحال میشم. میدونم، ولی بهتر اون خونه فعلا باشه. هر طور که خودت صلاح میدونی عزیزم. 2. بعد از اتمام دوره تخصصی، اسفندیار عازم رفتن به شهرستان محل خدمت شد. او تصمیم داشت تنها به این مأموریت برود و پس از تهیه مسکن نسبت به انتقال زن و بچه اقدام کند. پیش از عزیمت قراری با کمال گذاشت، چون مدتها همدیگر را ندیده بودند. دلتنگ او شده بود. دیگر دانشگاه مکان امنی برای ملاقات نبود. در پارکی در اطراف دانشگاه به دیدار هم شتافتند. سلام دوست من، چقدر دلم برایت تنگ شده بود. سلام دکتر عزیز، من هم مشتاق دیدار بودم. چطوری دکتر؟ هی بد نیستم. با این اوضاع و احوال امیدی به بهبودی هست؟ راستش چه عرض کنم، هر روز آبستن حوادثی است، حوادثی غیرقابل پیش بینی. یک مرتبه بعد از 444 روز تصمیم به آزادی گروگانها گرفتند. چی به دست آوردند؟ اصلا این چه حرکتی بود؟ حرکت ضد امپریالیستی، آنطور که رفقا اظهار داشتند و چقدر شادی کردند. از ابتدا هم آنها عامل تحریک اشغال سفارت بودند. درسته، رفقای حزبی و چریک چشم به روی دهها حرکت ضد مردمی رژیم می‌بندند. انگار نه انگار که در تظاهرات و اجتماعات قانونی اخلال می‌کنند. دوستان و اعضای آنها زندانی و به جرم‌های واهی به اعدام محکوم می‌شوند. به دختران این گروه‌ها پیش از مجازات اعدام تجاوز جنسی می‌کنند تا باکره نباشند. اما این رفقا یک کلام اعتراض نمی‌کنند، چون مصلحت آنها حمایت از رژیم و راه رشد غیر سرمایه‌داری و از این گونه تئوری هاست. تا کجا می‌توانند مماشات کنند؟ جرأت کوچکترین اعتراض را ندارند، آنقدر ادامه می‌دهند تا آخرین نفرشان دستگیر شود یا فرار کنند و گروهشان منحل شود. خبر اعترافگیری سران حزب به گوش می‌رسد. همین روزها شاهد نمایش‌های تلویزیونی خواهیم بود. حالا اینها کسانی هستند که با نظام مقدس همکاری کردند، آن دست از چریک‌های مذهبی که از در مبارزه علنی ظاهر شدند، که آواره شدند و به دامن دشمن در حال جنگ با میهن پناه بردند، بماند. واقعاً که سرنوشت تأسف‌باری برای همه آنها رقم خورد. آقا کمال، چگونه است که این همه از مبارزان سالها با رژیم سلطنت در تعارض بودند، حال اینکه هرچه بود نظام قبلی منشأ خیلی از خدمات ملی هم بود، مثلا تأسیس دانشگاه‌ها و مدارس عالی، ایجاد امنیت در مرزها و راه‌های کشور، جلوگیری از تجزیه میهن، تأسیس دادگستری و سامان دادن به مسئله قضایی به کمک تحصیل کردگان حقوق، ایجاد اقتدار نظامی و بروز کردن ادوات و سلاح جنگی و افراد تحصیل کرده نظامی و کسانی که با پیشرفته ترین هواپیماها فکر تجاوز به خاک میهنمان را هم از دیگران سلب می‌کردند و آزادی زنان در انتخاب پوشش و شرکت در رأی دادن و نقطه چین. اینها همه صحیح است. امروز
رزمندگان ما از ارتشی و سپاهی و از هر قشر با سلاح‌های خریداری شده در رژیم گذشته در حال جنگند. یادم هست که همین گروه‌ها شاکی بودند که چرا اینقدر سلاح خریداری می‌شود. می‌گفتند کشور به زرادخانه منطقه تبدیل شده است. البته اعتراض رفقا به خریدن سلاح از غرب بود، وگرنه اشکالی نداشت، چنانچه از برادر بزرگ مهمات می‌خریدیم. دکتر عزیز، همین کشوری که اکنون چند سال است با ما می‌جنگد، در گذشته از ترس جرأت نگاه به مرزهای ما را نداشت. کوچکترین حرکت آنها معادل پرواز پرنده‌های پیشرفته در آسمان پایتخت آنها بود. این درسته که در زمان گذشته پیشرفت‌های زیادی در جهت اقتصادی و فرهنگی ایجاد شد و مملکت کلاً به طرف مدرنیته گام برداشت، اما در جهت توسعه سیاسی درجا زد و همچنان از دیکتاتوری فردی رنج می‌برد. شاه در همه امور کشور دخالت می‌کرد. قرار بر این بود که در مشروطه سلطنتی حکومت نکند و تمام امور به دست نخست وزیر و وزرا اداره شود که نشد. اون نخست وزیر مردمی را با کودتا به کمک خارجی از میان برداشت و از آن زمان آزادی‌های سیاسی را مسدود کرد. در پایان هم دچار غروری شد که هیچ عقیده ای را تحمل نکرد و کسی جرأت ابراز نظر در مقابل او را نداشت. یک حزب فرمایشی تأسیس کرد که همه باید عضو آن شوند یا پاسپورت بگیرند و از مملکت خارج شوند. همه اینها به اضافه کشتن مبارزان به بهانه فرار از زندان و غیره زمینه جنبش را فراهم آورد. هرچه بود، دیکتاتوری مدرن از دیکتاتوری فناتیک بهتر نیست؟ قطعاً اینطور است، ولی ما امروز دیگر باید از حکومت فردی و موروثی عبور کنیم. دیگر پذیرفته ملت‌ها نیست. آیا گروه‌های سیاسی نمی‌توانستند با شاه وارد مذاکره شوند و دست از مبارزه قهرآمیز بردارند؟ یعنی رژیم شاه قابل اصلاح نبود؟ شاید بود، قطعاً نمی‌توان گفت. بله، اگر همه احزاب و سازمان‌های سیاسی، ملی یا مذهبی و چپ و راست همه آزاد بودند که اظهار وجود کنند و نظرات خود را بی‌واهمه ابراز دارند، دارای دفتر و ارگان خود باشند، دیگر کسی به راه‌های خشونت‌آمیز متوسل نمی‌شد. اما نه شاه آمادگی این را داشت و نه گروه‌های سیاسی آن بینش لازم را که با او مماشات کنند داشتند. ولی امروز با حکومتی قرون وسطایی تعامل می‌کنند. تا امروز هیچ یک از حزب تراز نوین گرفته تا سازمان‌های چریکی و گروه‌های دیگر نقدی از گذشته و حال خود عرضه نکردند. کلمه‌ای شجاعانه از اشتباهات خود به زبان نیاوردند. 3. سرتاسر راه طولانی در مسیر جاده ساحلی را بدون توقف رانندگی کرد. هوای ملایمی بود. با وجود اینکه شب خوب نخوابیده بود و خستگی را در استخوان‌ها و تمام وجودش حس می‌کرد، تمام مدت تقریباً با یک سرعت یک نواخت پیش می‌رفت. حدود 40 کیلومتر مانده به مقصد، در حاشیه جنگلی، جاده با شیبی ملایم از دامنه کوهی بالا می‌رفت. گیلاس‌های قرمز لابلای شاخ و برگ‌های سبز منظری قشنگی را با انعکاس نور آفتاب می‌ساختند. کودکان روستایی مشغول چیدن گیلاس و تمشک وحشی بودند. یک لحظه در بلندترین نقطه جاده وقتی به طرف دشت وسیع و سبز سرازیر می‌شد، چشم از مسیر برگرفت و به منظره سمت راست نگریست. برنجزار سبز یک دست و در انتهای آن دریای آبی آرام و ده‌ها پرنده دریایی سفید در بالای آن طبیعت را زیبایی و شکوه دلفریب می‌بخشید. نسیم خنکی از سوی دریا به چهره او می‌خورد. برای لحظه‌ای که چشم از جاده برداشت و مسحور طبیعت شد، منحرف گردید و با تکان‌های شدید ماشین که دوچرخ آن در کناری خاکی بود به خود آمد و به سرعت آن را کنترل کرد. دوباره به انتهای مسیر چشم دوخت. خسته و خواب‌آلود بود. در همان حال به اندیشه دور و درازی فرو رفت. گذشته و آینده او را به هر سو می‌کشیدند. در وقایع گذشته و رویاهای آینده دست و پا می‌زد. نقطه امید روشنی را نمی‌جست. معلوم نبود در شهری که هر لحظه به آن نزدیک می‌شد چه در انتظار اوست. آیا موفق خواهد شد که به اوضاع زندگی سر و سامانی بخشد؟ می‌تواند در آن بنبست دوام بیاورد؟ بعد فکر کرد خلاصه باید زندگی را از نقطه‌ای تازه شروع کند و اصلاً چه تفاوتی دارد که این نقطه در کجای دنیا باشد. دور و نزدیک بودن فکر مسخره‌ای است. همه نقاط عالم تا مرکز زمین یک فاصله دارند. برای کسی که به هیچ جا دل بسته نیست فرقی نمی کند.
در مدت سالها که در شهر بزرگ و شلوغ سپری کرده بود به اندازه کافی رنج کشیده بود. فکر می‌کرد در حال فرار از گذشته است ولی سراسیمه به طرف آینده می‌تازد. آنگاه به مرگ اندیشید. این هم فرقی نداشت. هر جا که بمیرد خاکی سرد در آغوشش خواهد کشید. او را تجزیه خواهد کرد و عناصرش را یکان به یکان متلاشی می‌کند. پس دیگر هیچ چیز مهم نیست و بی جهت نگران آینده است. در این لحظه آرزو کرد در قایقی روی امواج دریا بخوابد، با بالا و پایین رفتن قایق احساس آرامش کند و با امواج به هر سوی برود. خوابی خوش همراه با نوازش نسیم دریا و تکانهای آرام امواج چه روح بخش خواهد بود. جاده ناهموار شده بود و آسفالت قدیمی با چاله‌های کوچک و بزرگ ظاهر شد. ماشین با تکانهای شدید پیش می‌رفت. مناظر زیبا همچنان ادامه داشت. در دوردست‌ها در سمت چپ جاده جنگل‌های انبوه و ظاهراً بکر که گویی هرگز پای انسانی به آنجا نرسیده است نمایان بود. سبز تیره و یک دست و ابری که قله آنها را می‌پوشاند. از روبرو چند تریلر غول‌پیکر که کالاهای ترانزیت حمل می‌کردند، با راننده‌های سرخ و سفید بیگانه با فاصله‌های مساوی رد شدند. کم کم در انتهای مسیر خانه‌هایی با سقف‌های سفالی قرمز دیده شد. به شهر مرزی لحظه به لحظه نزدیکتر شد. شهری ناشناخته که هرگز ندیده بود، اما در سالهای دور در ایام کودکی نامش را از حرفهای پدر که از سفرهایش سخن می‌گفت به یاد داشت. غرش شدید رعد و ریزش سیلاسای باران که شیشه‌های در مجاور بالکن را می‌شست و صدای مهیب باد که دیوانه‌وار خود را به در و دیوار هتل می‌کوبید، هیچ کدام خواب سنگین مهمان تازه وارد را آشفته نکرد. ساعتها در خواب بود. خوابی که گویی تا ابد ادامه دارد و حکایت از خستگی داشت. 3 بار تلفن زنگ زد. آخرین بار خواب شیرین او منقلب و به سختی جابجا شد. برای یک لحظه وقتی چشم گشود فراموش کرد که کجاست و سپس با عجله گوشی تلفن را برداشت. آقای دکتر اسفندیار؟ بله خودم هستم، بفرمایید. سلام، خوش آمدید، خسته نباشید. متشکرم. شما؟ نماینده بهداری هستم. نیم ساعت دیگر در سالن هتل مزاحم میشوم. بسیار خوب، منتظرم. خدا حافظ. بعد از مکالمه تلفنی برخاست و به طرف آینه بزرگی در وسط دیوار اتاق رفت. موهای سر بسیار بلند و چرب بود. ریش کمی صورت را پوشانده و حالت ژولیده ای داشت. بعد از نظافت که حدود 20 دقیقه طول کشید همه چیز تغییر کرد. سر و صورت شسته، صورت صاف و موهای سیبیل کوتاه شده بود و کلاً حالت خستگی را از چهره زدوده بود. خیلی سریع لباس پوشید و از اتاق خارج شد. در سرسرای هتل روی راحتی نزدیک پنجره مشرف به حیاط نشست. ضمن نوشیدن چای به بیرون خیره شد. ساقه‌های بلند آفتابگردان با وزش باد در حال رقص بودند. شاخه‌های نرم و آویزان بید مجنون جهت باد را نشان می‌دادند. هوا ابری و سرد شده بود و از دور غرش موج‌های سهمگین دریا شنیده می‌شد. باران بهاری قطع شده بود. باد همچنان در تکاپو بود. در سراسر هتل نوعی سکوت و سکون حس می‌شد که برخلاف انتظار درون دکتر را به هراس می‌انداخت. خیلی دوست داشت مصاحبی داشته باشد. دقایقی به خواندن روزنامه کهنه‌ای مشغول شد. با صدای در هتل برگشت. هیکل بزرگی با قد بلند 4 شانه وارد شد. صورتش از ریش سیاه و انبوهی پوشیده بود. مرد به طرف اطلاعات هتل رفت و از مهماندار سوالی کرد و با اشاره دست او به سوی دکتر برگشت. سلام، با اجازه. روی کاناپه نزدیک او نشست. بفرمایید، شما نماینده بهداری هستید؟ بله، خودم هستم. از آشنایی با شما خوشحالم. افتخار دادید. امیدوارم در این شهر به شما خوش بگذرد و همیشه اینجا بمانید. جمله آخر کمی باعث نگرانی دکتر شد. زیرا همیشه ماندن، آن هم در جایی اینقدر خلوت که بوی تنهایی می‌دهد، بسیار عذاب‌آور به نظر می‌رسید. با این حال خود را مشتاق نشان داد. تا ببینیم چه می‌شود. انشاءالله همه کارها درست می‌شود. دستی به ریش انبوهش کشید. نماینده بهداری فنجان چایی را که تعارف شد برداشت و در همان حال که از شهر و مردم آن تعریف می‌کرد، چای را سر کشید. ظاهرالصلاح به نظر می‌رسید.
و مرتب در هر جمله کلمه انشاءالله را خیلی غلیظ ادا می‌کرد. کی شروع به کار می‌کنید؟ دکتر لحظه‌ای به بیرون پنجره چشم دوخت و سپس پاسخ داد: نمی‌دانم، شاید فردا. بسیار خوب، هر طور که مایل هستید. راستی تنها هستید؟ فعلا بله. زن و بچه‌م بعداً خواهند آمد. انشاءالله فردا در بیمارستان شما را ملاقات می‌کنم. مرد بلند شد و دستش را برای خداحافظی دراز کرد. نیم ساعت بعد از این ملاقات دکتر در ساحل شنی و خلوت قدم می‌زد. دریا طوفانی بود و موج‌های سنگین خود را به طرف خشکی پرتاب می‌کردند و ماسه‌های ساحلی و گوشماهی‌ها را می‌شستند و به طرف دریا می‌کشیدند. امواج گاهی 10 متر به طرف ساحل پیشروی می‌کردند، به طوری که دکتر زمانی خود را در آب‌های متحرک سرگردان می‌یافت و دچار سرگیجه می‌شد. آسمان ابری و هوا لحظه به لحظه تاریک‌تر می‌شد. باد سردی از طرف مرز می‌وزید. او پشت به جهت باد به طرف چراغ‌های روشنی در انتهای ساحل گام برمی‌داشت. پیوسته این احساسات متضاد در ستیز دائمی از زمانهای دور تا حال آینده او را تنها نمی‌گذاشتند. دکتر درک می‌کرد که چنین روحیات متلاطم و متضادی سر تا سر زندگی او را تعقیب کرده‌اند و اکنون نیز او را رها نمی‌کنند. برای اضطراب خود دلیلی نمی‌جست. 1 سال بعد از چنین روزی در جبهه جنگ، در میان غرش توپ‌ها و آتش کاتیوشا و بمباران هوایی، دچار چنین احساس متضاد و شگفتی شد. نوعی خونسردی و اضطراب مخفی وجود او را به آتش کشید. بعدها وقتی فکر می‌کرد چگونه خطرات زیادی از کنار او گذشتند و خونسرد بود، تعجب می‌کرد. هوا کاملا تاریک بود. در میان امواج دریا چند شبح تیره به چشم می‌خورد. وقتی نزدیک شد، چند مرد ماهیگیر با لباس یکسره از جنس لاستیک دزدانه در دریا مشغول پهن کردن تور بودند. 1 نفر در ساحل قدم می‌زد و مراقب بود. با دیدن بیگانه‌ای که نزدیک می‌شد، دست از کار کشید و وقتی مطمئن شد مأمور کمیته نیست، دوباره مشغول شدند. آن وقت سال صید ماهی ممنوع بود. خیلی دلش می‌خواست ستاره‌ها را ببیند، اما آن شب هیچ ستاره‌ای در آسمان پیدا نشد. هوا تیره و تار بود و باد هرزه پرسه می‌زد. صدای صدها قورباغه که در آبگیرهای اطراف ساحل آواز می‌خواندند همه جا را پر می‌کرد. در ذهن خود تلاش کرد تا یک ترانه قدیمی را به خاطر آورد و آن را آهسته زیر لب زمزمه کرد. ستاره امشب کجا رمیده؟ کی از آسمون ستاره چیده؟ مه ها رمیده، رنگش پریده. با آن ترانه سالها به عقب برگشت. دلتنگی شدیدی به او دست داد و دریافت که تنهاست. 4. نگاه‌های کنجکاو چند پرستار سفید و سرمه‌ای پوش به مردی که لحظاتی قبل به وسیله نمایندگی بهداری جلوی ایستگاه پرستاری در بخش جراحی به آنها معرفی شد خیره ماند. سر تا پای او را از نظر گذراندند. با قدی متوسط، صورتی کشیده با موهای صاف، چشمهای میشی که در آن نوعی شادی موج میزد، سیبیل‌های کوتاه، لب‌های گوشتالود و هیکلی، نسبتاً لاغر، با یک شلوار تیره و پیراهن خاکستری ساده، کمتر از 30 سال به نظر می رسید. تا آن لحظه صحبتی نکرده بود. بعد از تعارف معمول و رفتن نمایندگی بهداری، لحظاتی مردد ماند. مسئول پرستاری بخش تعارف کرد که بنشیند. دکتر تشکر کرد و گفت می‌خواهد بخش را ببیند. به اتفاق از اتاقهای اول شروع کردند. تعداد کمی از تخت‌ها توسط مریض‌های معمولی اشغال شده بود و بقیه خالی بودند. اغلب آنها زخم سر یا پا، مشکوک به ضربه مغزی، چندتایی عمل شده یا عفونت ادراری داشتند. در یکی از اتاقها دکتر مریضی را معاینه کرد. تشخیص بیماری ایشان چیست؟ سرپرستار بعد از مراجعه به دفتر کاردکس جواب داد: عفونت ادراری. با مشاهده قیافه درهم دکتر سوال کرد: شما چه فکر می‌کنید؟ آپاندیست، احتمالاً پیشرفته، باید جراحی شود. دکتر مسئول او کیست؟ دکتر کومار. باید با او صحبت کنم. امروز نیستند، برای دریافت عرض به مرکز استان رفته. دکتر شروع به قدم زدن کرد. سرپرستار با او طول راهروی بخش را طی کردند و به ایستگاه پرستاری رسیدند. دکتر دستور داد:
تا 1 ساعت دیگر به اتاق عمل منتقل شود. خداحافظی کرد و از بخش خارج شد. سرپرستار بعد از رفتن او زمانی مردد ماند. نمیدانست چه کند. نگرانی او از بابت دکتر کومار بود. شاید با این کار موجب ناراحتی او بشود. با اخلاق او آشنایی داشت. میدانست آدم مغروری است و از اینکه کسی در کارش دخالت کند عصبانی میشود. اما اکنون او نبود و میبایست دستور پزشک جدید را اجرا کند. از طرفی جان بیمار مهمتر بود. دکتر کومار جراح هندی 1 سال میشد که در اینجا کار میکرد. شیوه درمان محافظه‌کارانه داشت. کمتر اعمال جراحی بزرگ انجام میداد. از نظر او انجام بسیاری از عملها در شهر کوچک ریسک بود و امکان داشت ایجاد دردسر کند. به این دلیل اغلب آنها را اعزام میکرد. هیچ گونه احساس عاطفی با بیماران برقرار نمیکرد. این موضوع یک بار به طرز وحشتناکی وقتی از کشته شدن 10,000 نفر از هموطنان خود در حادثه سیر صحبت میکرد و قاه قاه میخندید افشا شد و دکتر اسفندیار از درون لرزشی احساس کرد. بی‌تفاوتی عجیب و خونسردی او دلهره آور بود. دلخراش‌تر از این صداهای نعره مانند دکتر کومار در حرف زدن که از ته گلو و بیشتر به فریاد شبیه بود. بیشک اگر کسی با آن آشنایی نداشت و از اتاق مجاور به حرفهای او گوش میداد، به تصور بروز اتفاقی سراسیمه می‌دوید. بعدها این طرز صحبت کردن او برای همه و دکتر اسفندیار عادی شد. در اولین روز شروع کار، دکتر جوان بیمار مبتلا به آپاندیست را به اتاق عمل برد و نسج گانگرنه را برداشت و در ظرفی گذاشت تا به دکتر کومار نشان دهد و سپس برای آزمایشگاه آسیب شناسی فرستاده شود. بعد از عمل به اتاقش در بخش جراحی برگشت. پیش از صرف نهار تغییراتی در اتاق داد. میز را طوری گذاشت که از دور دریا را ببیند. گلدان گل کاغذی زیبایی را که مدتها خاک روی آن نشسته بود شست و پاک کرد و روی میز گذاشت. پنجره را باز کرد تا نسیم که از طرف دریا می‌وزید وارد اتاق شود. این تغییرات ساده نظر سرپرستار بخش جراحی را هنگام ورود به اتاق جلب کرد. لبخندی زد و سپس در مورد چند مریض سوال کرد. دستورات را یادداشت کرد و خارج شد. از دور دریا یک دست آبی و آرام دیده میشد و از باد و بوران روز قبل اثری نبود. در دوردست یک کشتی گشت مرزی دیده میشد. با وجودی که از دیدن منظره زیبا مسرور بود، در ته وجودش نگرانی نهفته ای را حس می کرد. خیلی زود دریافت که به خاطر همسر و دخترش دلواپس است، زیرا آنها را در شهری دور و شلوغ تنها گذاشته بود. البته می بایست این دوری را تحمل می کرد، چون برای تثبیت موقعیت شغلی یک تنهایی موقت لازم بود. با این همه وقتی به یاد صفهای طولانی شیر و نان می افتاد، منیژه را می دید که کشان وسایلی که خریده است با بچه در بغل به منزل می آورد و سپس به پخت و پز می پردازد، نظافت، حمام کودک و غیره. یک ریز ادامه دارد و فردا تکرار می شود. منیژه حسابی کلافه بود، خسته، عصبی و لاغر شده بود و حال که اسفندیار هم در کنارش نبود خیلی سخت می گذشت. منیژه در شهرستان جنوب کشور به علت بدحجابی اخراج شده بود. تمام مدت تحصیل و به خصوص طی چند سال دوره تخصصی اسفندیار فقط مشغول مطالعه بود و تمام وظایف خانه و بچه به دوش همسرش سنگینی می‌کرد. دکتر برای گذراندن زندگی در چند مریضخانه کشیک می‌داد. وقتی به خانه می‌آمد از خستگی و بیخوابی نای حرف زدن نداشت. برای بردن بچه به پارک یا خرید بهانه داشت و در می‌رفت. حتی وقتی منیژه گفت سوسک‌ها همه جا را اشغال کرده اند. دکتر با بی‌حوصلگی پاسخ داد: بگذار امتحان لعنتی تمام شود، فعلا کاری نمی‌شود کرد. در حقیقت سوسک‌ها آنقدر زیاد شده بودند که با آسانی قادر به مقابله با آنها نبودند. میلیون‌ها تخم روی ظروف بالای آشپزخانه و روی کابینت‌ها چیده بودند. همه جا قلمرو بی‌منازعه آنها بود. سوسک‌های ریز و درشت به رنگ‌های قهوه‌ای روشن و تیره در رفت آمد بودند. شب و روز برای ساکنان خانه تقسیم شده بود. روزها تقریباً از سوسک‌ها خبری نبود و خانواده آسایشی داشتند. اما شب از وقتی چراغ خاموش می‌شد و سر و صدایی نبود، هزاران سوسک در آنجا صف کشیده بودند. گاهی از سوی اسفندیار حملات سختی به لشکر بی حد و حصر آنها می‌شد. چند بار سمپاشی جانانه‌ای کردند. هر بار با آب داغ صدها عدد از آنها را می‌کشتند و لاشه انبوه آنها در کف آشپزخانه و ته ظرفشویی جمع می‌شد. مدتی کوتاه تعداد آنها کم می‌شد
اما دوباره سرسام‌آور تخم می‌گذاشتند. کم کم وجود سوزک‌ها غیر مستقیم به رسمیت شناخته شد و اواخر به طور مسالمت‌آمیز همزیستی می‌کردند. 2 سال بعد وقتی خانواده وسایل زندگی را به شهر ساحلی محل کار اسفندیار انتقال دادند، تعداد زیادی تخم‌های حشره لابلای لباس‌ها، کارتون‌ها، درز کمدها و سایر چیزها مهاجرت خود را آغاز کردند. پس از آنکه جابجا شدند، سر و کله سوزهای جوان و ریز پیدا شد. ساعت 2 بعد از ظهر دکتر اسفندیار پانسیون، جایی که قرار بود همسر و فرزندش را برای زندگی به آنجا بیاورد، را تحویل گرفت. برخلاف تعریف‌هایی که نمایندگی بهداری کرده بود، نه شیک و نه مجهز بود. یک هال کوچک، 2 اتاق خواب، یک آشپزخانه کوچک و یک سالن بزرگ داشت. کاغذ دیواری قدیمی و کثیف، پرده، کرکره‌ها کثیف و خاک‌آلود و از همه مهمتر کابینت‌های آشپزخانه رنگ و رو رفته و زنگ زده بود. موکت‌ها جا به جا سوخته و پاره بودند. یک دست مبل قدیمی و مندرس در حال چیده شده بود. میز ناهارخوری و چند صندلی که در سالن پذیرایی بود هنوز رنگ و سویی داشت. دکتر یک لحظه فکر کرد اگر منیژه با این همه کثیفی روبرو شود حالش به هم می‌خورد. کسی که پانسیون و وسایل آن را تحویل می‌داد گفت: بهترین محل سکونت را برای جراح نگه داشته‌ایم. دکتر با تأییدی مشکوک گفت: بله. آنگاه به فکر چاره افتاد تا در اولین فرصت همه چیز را تمیز کند، پرده ها را بشوید، کابینت را رنگ کند و دستشویی و حمام را. برای این کارها به چند کارگر نیاز داشت. برای همه اینها در روزهای آینده فرصت کافی بود. آن روز ساعتی استراحت کرد. وقتی بیدار شد، در حالی که روی تخت دراز کشیده بود، به خواندن کتاب خاطرات یک ژنرال آمریکایی در زمان انقلاب پرداخت و پس از آن از هتل بیرون آمد و تا شب در خیابان‌های شهر قدم زد. برخلاف شب قبل، آسمان صاف و پرستاره و مهتاب درخشان بود و خاطرات زیبایی را تداعی می‌کرد. وقتی از جلوی بیمارستان رد می‌شد، ازدحام جمعیت او را به آن سو کشاند. نگهبان گفت: آقای دکتر، تصادفی آوردند. به سرعت به اورژانس رسید. پسر 16 ساله‌ای را که بیهان روی تخت بود معاینه کرد و چون مشکوک به خونریزی داخلی بود، او را به اتاق عمل برد. وقتی شکم را باز کرد، خون و لخته‌ها را خارج نمود. شکم را شست و طحال را که چند تکه شده بود خارج کرد و 2 نقطه از روده را ترمیم کرد. در پایان عمل اضطراب همیشگی سراغش آمد. همیشه اولین اعمال جراحی می‌تواند نقشی در موقعیت جراح داشته باشد. اگر به عللی بیمار می‌مرد، ممکن بود آن را به حساب عدم مهارت او بگذارند و انواع شایعات دیگر پیرامون آن بسازند. حتی او را مسئول مرگ بیمار بدانند، ولی نیروی دیگری به دکتر اطمینان می‌داد، زیرا آن پسر 16 ساله در آخرهای عمل وضعیت مطلوبی داشت و خوب عمل شده بود. خسته از بیمارستان خارج شد و به پانسیون رفت. شام را به مقداری نان و کنسرو قناعت کرد. بعد از شام در سالن بزرگ به قدم زدن پرداخت و آهنگی قدیمی را زمزمه کرد. 1 ساعت به نیمه شب مانده به هتل برگشت و به خواندن کتابی که قبلا شروع کرده بود ادامه داد و نفهمید که خوابش برد. نزدیک سپید دم با صدای تلفن از خواب پرید. بله بفرمایید. آقای دکتر، مریض اورژانس. بله اومدم. دقایقی بعد بیمار را در اورژانس معاینه و بستری کرد و دستوراتی داد. خواب از سرش پریده بود. به جای رفتن به هتل، قدم زنان به طرف جاده‌ای که به ساحل منتهی می‌شد پیش رفت. سپیده در حال دمیدن بود. شعاع‌های باریکی از رنگ سرخ از دل بی انتهای دریا به آسمان می‌پاشید و طلوع را نوید می‌داد. نسیم دلانگیز و ملایم سحری نزدیک روح آدمی را به نشاط می‌آورد. در آن سپید دم بهاری در کنار ساحل هیچ کس دیده نمی‌شد. همه جا سکوت بود و تنها صدای امواج منظم دریا با ریتم مخصوص خود و آواز قورباغه‌ها شنیده می‌شد. خورشید در تقلای عجیبی برای سر درآوردن از قلب دریا بود. آنقدر ایستاد تا خورشید کاملا سر بیرون کرد. آنگاه دسته‌ای از پرندگان دریایی بر فراز آب به پرواز درآمدند. در نیمه روشن سحرگاه سایه کشتی گشت بیگانه در دور دست شمال، همانجا که همیشه بود، در مرز دیده می‌شد. دکتر اسفندیار بعد از تماشای طلوع زیبا برمیگشت، در حالی که تصمیم داشت در روز جدید به تغییر وضع محل زندگی جدید بپردازد. گرگ‌ها، امیرسامان گیلانی. راوی نسیم. تولید و پخش فایل صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com
5. صبح یک روز بهاری زنگ آیفون منزل به صدا درآمد. منیژه گوشی را برداشت. پشت در یک زن چادری که روی خودش را پوشانده بود پرسید: آقای دکتر تشریف دارند؟ خیر، من خانم ایشان هستم. ایشان در مأموریت شمال هستند. شما چه فرمایشی دارید؟ شما خانم توفیق را میشناسید؟ بله، حدود 5 سال پیش ما مستاجر ایشان بودیم، ولی از آن زمان به بعد دیگه خبری نداریم. ببخشید، ایشان مجرد هستند؟ خیر، چند سال قبل با یه حاج آقایی ازدواج کردند. حاجی امام جماعت مسجد محله است. لطفاً آدرس منزل ایشان کجاست؟ منیژه نشانی منزل خانم توفیق را داد و زن تشکر کرد. صدای داد و جیغ و فریاد از کوچه می آمد. منیژه از پنجره نگاه کرد. جمعیتی ته کوچه ایستاده بودند. عده‌ای هم به آن سمت می دویدند. فکر کرد چه خبر است؟ علت ازدحام چیست؟ ته کوچه منزل خانم توفیق بود. کنجکاو شد. دست شقایق را گرفت و به کوچه رفت. از خانمی پرسید: قضیه چیه؟ زن گفت: تو شلوار حاجی اسید ریختند. حاج آقا از درد فریاد میزنه. گویا تمام دستگاه مردانگی بیچاره سوخته، زخم و زیلی شده. و بعد زد زیر خنده. خیلی از مردم توی کوچه ریز ریز میخندیدند. منیژه جلوتر رفت. از دور خانم توفیق را میدید که با سر و روی برهنه توی کوچه چیخ میکشید و به سر و صورتش میزد. یکی از همسایه ها گفت: گویا خانمی چادری در خونه را میزنه و میگه با حاج آقا کار واجب دارد. بعد تو میرود. حاجی داشت صبحانه میخورد. زن یک مرتبه وارد اتاق میشود. حاجی یکی میخورد. تو دهانش غذا بود. زن حمله میکند. میزند به تخت سینه حاجی. دراز میشود. فوری یه شیشه از زیر چادر در میآورد. شلوارش را میکشد جلو. شیشه را خالی میکند روی عورتش. غش میکند. خانم توفیق فریاد میکند و با زن گلاویز میشود. میگه: تو کی هستی؟ چه کار کردی؟ خلاصه همسایه ها میریزند. زن میگه: من همسر حاجی هستم. 4 بچه دارم. مدتی یه خرجی نمیده. شبها خونه نمیاد. پدر سوخته برای خودش بساط عیش درست کرده. بی شرف. یکی از مردهای همسایه تعریف میکرد: من رسیدم حاجی بیهوش بود. فوراً شلوارشو در آوردم. دیدم اوه چه اوضاعیه. آلت و بیضه هاش به پوست آویزان و خونین بود. به صورتش آب زدیم. بیدار شد و از درد فریاد میکشید. اون دیگه مرد نمیشه. یکی از وسط جمعیت گفت: از اولش هم مرد نبود، وگرنه زن و 4 فرزندش را رها نمی‌کرد بره عیاشی. همین موقع صدای آژیر آمبولانس بلند شد. آمبولانس وارد کوچه شد. جمعیت کنار رفت و راه باز کرد. چند دقیقه بعد حاج آقا را داخل آمبولانس گذاشتند و بردند. این ماجرا دهن به دهن میگشت و مایه خنده و تفریح مردم شد. منیژه فکر میکرد کاش آن روز آدرس خونه توفیق را نمیداد، ولی از طرف دیگر میپنداشت خب آدرس را از دیگری میگرفت. از هر کی توی اون کوچه میپرسید نشانی خونه حاجی را میدادند. اهالی مسجد نیز دوره گرفته بودند و هر یک چیزی میگفتند و در مجموع عزا گرفته بودند. به هر روی مسجد بدون امام مانده بود. مردم مسائل شرعی داشتند و از این گذشته تکلیف نماز جماعت چه میشد. منیژه ضمن مکالمه تلفنی با اسفندیار ماجرای حاج آقا را تعریف کرد و او اظهار داشت ماجرا تراژدیه و اصلا خنده‌دار نیست. ای کاش آن زن از راه قانونی حق خود را مطالبه میکرد. در ضمن گفت هفته آینده برای بردن وسایل خانه و سفر به محل مأموریت آماده شود، چون پانسیون برای سکونت آماده است. بعد کمی با دختر کوچولویش حرف زد. 6. کتایون پذیرفت که تنها در خانه پدری نماند و صلاح بر این دید که نزد مادر و آقای راد برود. در این مورد دکتر با وی صحبت کرد و قانع شد و آقای راد اتاق بزرگ و قشنگی را در اختیار او گذاشت که هم به درس بپردازد و هم استراحت کند و برای پذیرایی از دوستانش جای کافی داشته باشد. موقع صرف غذا همه در سالن پذیرایی که پنجره‌های بزرگی رو به باغ و حیاط داشت جمع می‌شدند. هر شب بعد از غذا صحبت می‌کردند و از همه خبرها آگاه می‌شدند. میز غذاخوری محل تبادل نظرات و اخبار روز بود. آقای راد مسائل سیاسی روز را مرور می‌کرد. پروین از مسائل مهم اجتماعی می‌گفت و کتایون خبرهای فرهنگی هنری را بیشتر مطرح می‌کرد
ولی هر یک از این حوزه‌ها با سایر حوزه‌ها مربوط بود و تداخل پیدا می‌کرد. بعد از این گفتگوی سه طرفه که حدود 1 ساعت طول می‌کشید، پروین و کتایون به آشپزخانه می‌رفتند و به کمک هم ظروف را شسته و برنامه غذایی روز بعد را آماده می‌کردند. ضمناً مادر و دختر با هم خلوت می‌کردند و سخنان خصوصی هم را می‌شنیدند. آقای راد به تماشای برنامه‌های ماهواره‌ای، اخبار و میزگردها مشغول می‌شد. عزیزان، امروز خلاصه بعد از 1 سال و اندی از تصویب قطعنامه صلح شورای امنیت بین الملل، امام با آن موافقت کرد. البته فرمودند که جام زهر را سر می‌کشند، چون قبلا گفته بودند که صلح بین اسلام و کفر معنی ندارد. همین قطعنامه را دشمن کافر 1 سال قبل پذیرفته بود. پروین گفت: پس 1 سال بیفایده جنگ ادامه یافت؟ نه تنها بیفایده، بلکه در این مدت جوانان زیادی کشته شدند. تمام مواضعی که رزمندگان ما تصرف کرده بودند بازپس گرفته شد و کشور خسارات مادی فراوانی نیز متحمل گردید. کتایون: ضمن اینکه مسافران هواپیمایی ایرباس هم قربانی این جنگ خانمانسوز شدند. آقای راد ضمن تایید گفته‌های پروین و کتایون گفت: دامنه فاجعه از این هم بیشتر است. تصور بفرمایید 5 سال پیش قوای ما کلیه خاک اشغالی را پس گرفتند و بندر مهم و استراتژیک میهن را آزاد کردند. مردم شادی کردند و به هم تبریک گفتند. دشمن درخواست صلح کرد، یعنی عملاً شکست را پذیرفت. بعضی از کشورهای منطقه حاضر به پرداخت غرامت هم شدند. همان موقع بعضی از کارشناسان با رهبر صحبت کردند که به جنگ پیروزمندانه خاتمه دهد، اما ایشان نپذیرفتند و به ادامه جنگ اصرار داشتند. نتیجه این بود که 5 سال دیگر کشتار، خرابی، دلهره و نابودی ادوات جنگی و فطرت قوای میهن ادامه یافت و در بدترین شرایط ممکن و در موضع ضعیف از در صلح درآمدیم و دست از شعارهای توخالی مثل جنگ تا رفع فتنه در عالم یا راه قدس از کربلا می‌گذرد برداشتیم. پروین: مسئول این همه خسارات کیست؟ کتایون: باید خوشحال باشیم که جنگ به هر تقدیر به پایان رسید. درسته، شکر که تمام شد. برخلاف نظر امام، جنگ نعمت نبود. پروین و کتایون به آشپزخانه رفتند و مشغول شستن ظروف و آماده کردن مقدمات غذای روز بعد شدند. کتایون ضمن کار گفت: مادر، خودمانیم. از وقتی ازدواج کردی خیلی جوان شدی، خوشگل‌تر هم شدی. بدون تعارف میگم معلومه که خیلی خوش میگذره. چی داری میگی دختر؟ خجالت بکش. من هنوز باور نمی‌کنم ازدواج کردم، اون هم در این سن و سال، با داشتن دختر و پسر بزرگ. کتایون در حالی که دستکش ظرفشویی را از دست خارج می‌کرد، با حالتی شوخی مانند و نوعی حرکات لبندانه به طرف پروین رفت و گفت: چرا دیگه مادر جون؟ ازدواج کردی دیگه، به خانه بخت رفتی آخه. همسرت هم مرد خوبی و هم خوشتیپ و باسواده. کشته مرده تو هم هست. خب دیگه چی می‌خوای جونی؟ ببین تو رو خدا این دختره پر رو چه حرفا میزنه. وای. هاج و واج ایستاده بود و به کتایون که از چشمانش شیطنت میبارید نگاه میکرد. کتایون گویا ولکن ماجرا نبود و قصد داشت سر به سر پروین بگذارد و تفریح کند. در حالی که میخواست از آشپزخانه خارج شود، از نزدیک مادر رد شد و یواشکی با دست پهلوی او را قلقلک داد. میدانست که پروین به این کار خیلی حساس است. 1 مرتبه پروین جیغ کشید و کتایون با صدای بلند هار هار خنده کرد و دوید به طرف هال. راد از صدای جیغ و خنده به طرف آشپزخانه رفت. چی شده؟ چه خبره؟ عزیزم چرا جیغ زدی؟ هیچی، این دختری بی حیا سر به سر من میذاره. مگه چه کار کرد؟ چی گفت؟ چه میدونم، میگه از وقتی ازدواج کردی جوان شدی، خوشگل شدی و از این حرفا. بعدش اومد منو قلقلک داد. خب حرف بدی نزد جانم. درست گفته پروین جان، تو روز به روز داری زیباتر و جوانتر میشی و مرا بیشتر دیوانه میکنی. همین وقت کتایون در آستانه آشپزخانه ظاهر شد و در حالی که میخندید گفت: دیدی پروین جان، نگفتم؟ این هم شاهد. راستی مادر، از تالار چه خبر؟ مراسم بی دردسر برگزار میشود یا گیر میدند؟ کمی از اوضاع آنجا بگو. تالار برقراره. جشن‌ها و عروسی برگزار میشود. حتی زن و مرد قاطی در سالن بزرگ جمع میشوند. معمولاً گیر نمیدند. البته قبلاً با برادران کمیته هماهنگ میشود و مبلغی پرداخت میگردد و از طرف خانواده‌ها تعهد سپرده میشود که خلاف شرع عمل نگردد. مقداری هم میوه و شیرینی میآیند و میبرند. گاهی هم غذا داده میشود.
خب پس با هماهنگی همه چیز حل تقریبا. آقای راد گفت گاهی هم اراده می کنند و به مجالس هجوم می آورند که فوراً زن و مرد جدا می شوند و بعد از رفتن آنها دوباره قاطی می شوند و به رقص و پایکوبی می پردازند. بستگی داره قبلا دمشان دیده شده باشد یا نه. حتی پنهانی مشروب هم صرف می شود. اصولا در نظام اسلامی هر کاری به شرط اینکه عیان نباشد اشکالی ندارد، ولی اگر عیان شود اسلام عزیز به خطر می افتد. درست مثل زلف زنان که اگر بیرون افتد خطرناک است. کتایون: به قول شاعر پنهان خورید باده که تعزیر می کنند. راد: درست دخترم، شاعر درد کشیده بود. پروین که مدتی ساکت بود به حرف آمد. دهانت را می بویند که مبادا گفته باشی دوستت دارم. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد. به به، مادر چه گفت؟ درود بر تو مادر فرهیخته. این فرازی از شعر شاعر بزرگ میهن ماست دخترم. آن که بر در میکوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خونالود. روزگار غریبی است نازنین، تبسم را بر لبها جراحی می کنند و خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد. زنده باد همسرم پروین، دهانت را می بوسم که چنین شعری خواندی. راد بلند شد و او را در آغوش کشید و بوسید. آه، مادر جان خوشگلم اهل مطالعه است و اشعار زیادی بلد است. من به داشتن چنین همسری افتخار می کنم. 7. در طول نبرد 8 ساله بارها نیروهای صلحخواه جهان، احزاب و سازمانهای سیاسی خواهان خاتمه جنگ شدند و آن را کاری بیهوده و ویرانگر خواندند که فایده ای جز کشتار و لطمه اجتماعی و اقتصادی ندارد. خصوصاً در پایان سال سوم که دشمن حاضر به متارکه جنگ شده بود، بسیاری از نیروها کوبیدن بر طبل جنگ را دور از عقل دانستند، اما رژیم بر ادامه آن اصرار ورزید و سرانجام بعد از 8 سال در بدترین شرایط حاضر به پذیرفتن صلح شد. خبر پذیرش قطعنامه شورای امنیت و پایان جنگ موجی از شادی در میان زندانیان سیاسی ایجاد کرد. سرودهای ملی و میهنی در تمام زندانها خوانده شد. اینها انسانهایی با عقاید و افکار متفاوت بودند که در برابر ملت و میهن خود متعهد و خواستار آزادی و صلح شدند. بسیاری مدتها دوره محکومیت خود را سپری می‌کردند و عده‌ای در آستانه آزادی از حبس بودند. رژیم مذهبی کینه عجیبی نسبت به این آدم‌های صلح طلب سیاسی داشت و بعد از پایان جنگ تصمیم به تصفیه حساب خونین و پاک کردن زندان‌های کشور از مخالفان در بند گشت. دکتر اسفندیار در بخش جراحی مشغول ویزیت بیماران بود که تلفن ایستگاه پرستاری به صدا درآمد. آقای دکتر، تلفن راه دور. از سرپرستار عذرخواهی کرد و به پای تلفن رفت. الو دکتر، سلام، کمال هستم. سلام دوست عزیز، حال شما چطوره؟ چه خبرها؟ شما و خانواده خوبید؟ خبرها که زیاده جانم. ما بد نیستیم، مشغولیم. احتمالاً چند کار واجب در آنجا دارم. دنبال مدارک دانشگاهیم، وزارتخانه هم کار دارم. حتما شما رو میبینم. بسیار خوب. روزت بخیر دوست من. دکتر بعد از خداحافظی با کمال به بالین بیماران برگشت. جمله خبرها که زیاده جانم حواسش را پرت کرد. ظهر آن روز در پانسیون ضمن خوردن نهار با منیژه صحبت کرد. منیژه، نمیدانم چه خبرهایی هست که کمال نمیتوانست توی تلفن بگه. البته جانم که خبرها زیاده. شما نمیدانی. چی شده منیژه؟ تو چه خبر داری؟ راستش یکی از دوستها از کشتار زندانی‌های سیاسی میگفت. یعنی چه؟ زندانی که کاری نمیکنه، یعنی نمیتونه بکنه. چرا؟ والا نمیدونم. به گمانم میخوان تمام مخالفان رو از بین ببرن. آخه صرفاً مخالف بودن که جرم نیست. من از جزئیات خبر ندارم. میگن دستور امامه. پس من امشب میرم. من هم میام. تو میای چه کار عزیزم با بچه؟ خونه هم که نداریم. نه صلاح نیست. شما باش. من 2 روزه برمیگردم. پس از چندین ماه همدیگر را ملاقات میکردند. از نظر دکتر کمال در طول این مدت کوتاه پیر شده بود. موهای شقیقه 2 طرف سفید و کلاً شکسته و لاغر به نظر میرسید. آقا کمال چطوری؟ به نظر ضعیف شده ای، درسته؟ همینطور است دکتر جان. من مریض شدم. بعداً برایت شرح میدهم. فعلا کار واجبی داریم. باید بریم ساک لباس یک زندانی را تحویل بگیریم. تو توی ماشین بشین پیاده نشو. من به اتفاق مادرش میرم.
دکتر حسابی گیج شده بود. ساک چیه؟ زندانی کیه و کجاست؟ از کدوم زندانی حرف میزنه؟ ولی سوالی نکرد. کمال جلوی ساختمانی ماشین راه نگه داشت و پیاده شد. زنگی را زد و از پشت آیفون با کسی حرف زد. چند دقیقه بعد زن نسبتاً پیری با لباس روسری سیاه ظاهر شد. کمال کمک کرد تا زن در صندلی عقب نشسته. دکتر به او سلام گفت. کمال پشت فرمان نشست و حرکت کرد. هیچکس سخن نمیگفت. ماشین خیابان‌های بالای شهر را طی می‌کرد و به سمت زندان بزرگ شهر پیش می‌رفت. زن سیاه‌پوشی که در صندلی عقب ماشین نشسته بود، ریز ریز گریه می‌کرد و با دستمال سفیدی اشک‌هاش را پاک می‌کرد. سرانجام جلوی در بزرگ زندان رسیدند. سربازی با اشاره ماشین را به طرف کوچه روبروی زندان هدایت کرد. در آنجا 10 ماشین پارک شده بود. درون ماشین‌ها افرادی سیاه‌پوش، غمزده، با چشم‌های پف کرده و اشک‌آلود نشسته بودند. کمال گفت: همه اینها برای گرفتن ساک عزیزان خود آمده‌اند. سپس پیاده شد و به زن کمک کرد پیاده شود و به دکتر اشاره کرد بنشیند و منتظر باشد. بازوی پیرزن را گرفت و به طرف زندان رفتند. دقایقی جلوی در معطل و سپس وارد شدند. دکتر به شدت عصبی بود و بغض داشت خفه‌اش می‌کرد. یک بار شروع کرد به گریه کردن. فکر می‌کرد چه اتفاقی افتاده است که چنین تصمیم وحشتناکی گرفتند و جوانهای مردم را به چه جرمی با چه اتهامی به جوخه اعدام می‌سپارند، آنها که یک بار محاکمه شده بودند و در حال سپری کردن مدت محکومیت بودند. اکنون هر چه فکر می‌کرد عمق فاجعه دردناکتر می‌شد. در زندان باز شد. یک مرد و زن هر یک ساکی در دست خارج شدند. هر دو گریه می‌کردند و هر یک به طرف ماشینی رفتند. باز در زندان باز شد و چند نفر ساک به دست و اشک ریزان بیرون آمدند. نیم ساعت بعد در باز شد. این بار کمال با یک دست ساک و با دست دیگر زیر بغل پیرزن را گرفته بود و آهسته به طرف ماشین آمدند. زن را روی صندلی عقب نشاند و ساک را کنارش گذاشت. زن ساک را بغل کرد و زار زار گریست. ماشین از راهی که رفته بود برگشت و جلوی همان ساختمان توقف کرد. دکتر بیا بالا، بیا کمک کن. ساک زندانی اعدام شده را به دستش داد. خود کمک کرد با زن از پله‌ها بالا رفتند و دکتر پشت سرشان. زنگ آپارتمان را به صدا درآوردند. زن جوانی در را باز کرد و با دیدن آنها شروع کرد به گریستن. داخل رفتند و توی حال دور ساک گریان جمع شدند. همه می گریستند. دکتر، آقا کمال. بعد دختر کوچک زندانی هم آمد. گریه کنان بغل مادر رفت. زیپ ساک را باز کردند و وسایل زندانی را یک به یک درآوردند، بوییدند، بوسیدند و کنار گذاشتند. در خیابانی خلوت و نیمه تاریک زیر نمنم باران آهسته قدم زنان پیش می رفتند. تا مدتی خاموش بودند. سرانجام اسفندیار طاقت نیاورد. کمال، دارم خفه میشم. کمی حرف بزن. این چه اتفاقی افتاده؟ داستان چیه؟ مگه میشه عده‌ای بیگناه را به جرم مخالف نظام بودن بکشند؟ میبینی دکتر عزیز که شده؟ صدها و شاید هزاران جوان را که در زندان بودند طی محاکمه چند دقیقه‌ای محکوم کردند و سری دست دسته کشتند و در گوره‌های دست جمعی مدفون کردند. همین کار را در تمام شهرهای بزرگ هم کردند. بنابراین تعداد این عزیزان به هزاران تن میرسد. اسفندیار با صدای بلند فریاد زد: چرا؟ مگه یک متهم را چند بار محاکمه می‌کنند؟ گیرم که مخالف نظام هم باشند. رژیم در جنگ شکست خورد. واقعاً به اهدافش نرسید و به ناچار صلح را پذیرفت و انتقام این شکست را از زندانیان سیاسی گرفت. در حقیقت خواست تمام مخالفان را از بین ببرد. این چگونه شیوه حکومت است؟ خب اگر قصد از بین بردن همه مخالفان را دارند، دست کم باید نیمی از جمعیت کشور را بکشند. دیکتاتوری است جانم، دیکتاتوری اوریان. تحمل کمترین مخالفت را ندارد. مردم بدبخت که در مدت 8 سال جنگ به روز سیاه نشستند و از فقر، بیکاری و نداری به سطوح آمده‌اند، اینک جوانان آنها را قتل عام می‌کنند. فاجعه است. کسی جرأت اعتراض ندارد. دستور امام است، یعنی فرمان خدا. چه کسی در مقابل فرمان خدا خواهد ایستاد؟ کدام گروه سیاسی اعتراض خواهد کرد؟ همانهایی که سالها دنبال رژیم به به و چهچه می‌کردند و به هواداران خود گفتند رژیم ضد امپریالیست است، چون سفارتخانه غربی را اشغال کردند و با سفارتخانه شرقی مشکلی ندارند. با مظاهر غربی در ستیزند.
حال که دست یارانشان را به پای چوبه اعدام میبرند خاموش شده‌اند. اینها باید به جرم جنایت در حق بشریت محاکمه شوند. دیکتاتورهای فناتیک پایبند هیچ یک از اصول حقوق جهانی نیستند. با تمام ارکان زندگی مردم کار دارند. شکل و رنگ لباس، شادی و رقص و موسیقی و البته نوع تفکر آدمها. شب شد. دکتر خواست خداحافظی کند. کمال پرسید کجا؟ هتل یا مسافرخانه؟ امشب استراحت کنم. صبح برمیگردم شهرستان. نه، امشب مهمان منی عزیزم. من تنها هستم. با هم به آپارتمانی در وسط شهر رفتند. کمال غذای مختصری آماده کرد و یک شیشه مشروب روی میز گذاشت. 1-2 گیلاس سر کشیدند. کمی غذا خوردند. دکتر پرسید کمال، نگفتی چرا لاغر شدی؟ چه مریضی گرفتی؟ مدتی بی اشتها بودم. بعد درد خفیفی در قسمت بالای شکم سمت راست پیدا کردم. نزد متخصص داخلی رفتم. زردی نداشتی؟ ظاهرا نه، ولی در آزمایش‌ها کمی افزایش بیلیروبین دیده شده. خلاصه بعد از معاینه‌ها سونوگرافی کردم که نشان داد یک توده در طرف راست کبد وجود دارد. بعد چه شد؟ اسکن هم کردی؟ نه، جراحی شدم. نصفی از کبدم را برداشتند. پس از آنکه جواب آسیب شناسی اومد شیمی درمانی شروع شد که 1 هفته قبل پایان یافت. تازه کمی غذا می‌خورم. آره، خیلی لاغر شدم. اولین بار بعد از 9 ماه 1 گیلاس مشروب با تو دوست عزیزم میزنم. باز شانس آوردی، تومور سمت راست کبد را درگیر کرد و مجاری سالم بودند. با برداشتن کامل آن خلاص شدی. پزشک من هم همین را گفت. خوشبختانه به جای انتشار نداده. البته باید اسکن تمام بدن انجام شود. خوشحالم دوست من که سلامت خود را باز یافتی. این گیلاس را میزنم به سلامتی آقا کمال عزیز. نوش دکتر عزیز. گرگ ها، امیرسامان گیلانی. راوی نسیم. تولید و پخش فایل صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com 8. خبر کشتار وحشیانه زندانیان سیاسی در تمام دنیا منعکس شد. تلویزیون‌های بیگانه و اپوزیسیون طی برنامه‌های متعددی با دعوت از اشخاص و اساتید سرشناس و مصاحبه با آنها و بعضی افراد که از بند رسته بودند، ابعاد این فاجعه انسانی را تحلیل و تفسیر کردند. تقریباً تمام رهبران جهان این جنایت را محکوم کردند، اما رهبران رژیم کلمه‌ای در تایید یا رد آن ابراز نکردند و به نظرات دنیا اهمیتی ندادند. آقای راد در یکی از جلسات بعد از شام گفت: عزیزان، نمیدانم اطلاع دارید یا خیر که در پایان جنگ رژیم بغض خود را که ناشی از ناتوانی در به ثمر رسیدن اهدافش بود، سر عده‌ای جوان در بند خالی کرد و تعداد زیادی از زندانیان سیاسی را قتل عام نمود. پروین: به چه دلیل؟ زندانی که کاری نمیتواند بکند و اگر مرتکب گناهی هم شده باشد دوران محکومیت خود را سپری میکند. راد: البته همه آنها بیگناه بودند. خاتمه جنگ را در زندان جشن گرفتند و شادی کردند یا به هر دلیل مخالف نظام بودند. کتایون: همه ما از پایان جنگ خوشحال شدیم، نشدیم؟ این که جرم نیست. شادی کردن جرمه یا حتی مخالف نظر آقایان بودن گناهه؟ راد: به هر حال خواستند مخالفان را سربنیست کنند. دوباره همه آنها را محاکمه کردند. این بار محاکمه چند دقیقه‌ای با سوالهایی مثل نظام را قبول داری یا نه؟ امام را قبول داری یا نه؟ و غیره. اینها سوالاتی بود که سرنوشت یک زندانی را تعیین می‌کرد. با همین شیوه هزاران نفر را در تمام شهرها به دار آویختند. راد ادامه داد: وضعیت کشور خوب نیست. 8 سال جنگ بنیه اقتصادی را ضعیف کرده است. خرابی‌های زیادی است که نیاز به آبادانی دارد. گرانی و تورم و بیکاری نیز در انتظار راه حل هستند. جدا از همه اینها فشار روزافزون برای رعایت شؤون مذهبی، حجاب و عفاف و این قبیل گیر دادن به ملت که نارضایتی‌های عمومی را افزایش می‌دهد. کتایون: جلوی اجرای کنسرت‌های با مجوز توسط ارگان‌های نظامی گرفته می‌شود. یعنی خود سازمان‌های دولتی همدیگر را قبول ندارند. پروین: خدا آخر و عاقبت این مملکت را بخیر کند. پاشو کتایون، بریم به کارمون برسیم. ضمن کار در آشپزخانه مادر و دختر با هم درد و دل می‌کردند. مادر، از داداش چه خبر داری؟ مدتی است بی‌خبرم.
فقط می‌دانم نزدیک 1 سال است به شهرستان مرزی منتقل شده و با خانواده در آنجاست و مشغول کار است. حتی من نوه کوچولوی خودم را که الان 2 ساله است ندیدم. چشمش پر از اشک شد. این چه زندگی است؟ اگر قرار باشد ما اینجا خوش باشیم ولی عزیزان را نبینیم، من راضی نیستم. به او زنگ زدی؟ نه، نمیتوانم. گریه‌ام میگیرد. خودش 1 بار تماس گرفت، نتوانستم حرف بزنم. صدای اون دخترک می اومد. بسیار خوب. این که مشکلی نیست مادر جان. همه بلند چیم بریم پیش آنها. 3 ساعت راهه. من فردا با داداش تماس میگیرم. راد با پیشنهاد کتایون موافق بود و اظهار داشت این مسافرت در اوایل پاییز در جاده زیبا با مناظر قشنگ بسیار دلچسب خواهد بود و برای روحیه پروین خوب است. بعد از تماس با اسفندیار به او اطلاع دادند که به زودی برای دیدن آنها خواهند آمد و او بسیار خوشحال شد. راد ماشین را سرویس و کاملا تمیز کرد و با سلیقه ساک‌ها و وسایل را پشت ماشین چید. وسایلی را که در طول راه نیاز بود مثل فلاسک چای و میوه و سایر لوازم را داخل کارتون بزرگی جاسازی کرد. راه افتادند. با مسیر کاملا آشنایی داشت. بارها با دوستان در این مسیر برای تفریح و گردش آمده بود. در حاشیه جنگلی و کنار دریا نقاط باصفایی را در نظر داشت که برای مدت کوتاهی توقف کنند و چای بنوشند یا چیزی بخورند. پروین کنار راد در صندلی جلو نشسته بود. کمی دلواپس به نظر می رسید. شاید هیجان دیدن اسفندیار و زن و بچه‌اش نگرانش می کرد. چطوری پروین جان؟ خوشحال نیستی که بچه‌ها را می بینیم؟ البته خوشحالم، ولی کمی دلهره دارم. نمیدانم چرا. نگران نباش عزیزم. سفر خوبی در پیش داریم. حتما خوش میگذره. دکتر، عروس و نوه‌تو میبینی؟ با اون کوچولو بازی میکنی؟ نه؟ جالبه. من هم خیلی مشتاق زیارت آنها هستم. زنده باد بابا جان مهربان. حالا لطفاً یه آهنگی بذار که ما حال کنیم. حتما عزیزم. این هم بهترین آهنگ‌های زیبا تقدیم به شما. از میان بیشه‌های سرسبز و 10 منظری زیبا می‌گذشتند و نوای دلانگیز موسیقی جانها را نوازش می‌داد. چند جا در طول راه توقف کردند. چای، میوه و شیرینی خوردند و سرانجام بعد از 3 ساعت به شهر ساحلی رسیدند. شهری آرام با هوایی پاک و جمعیت کم. به زودی جلوی بیمارستان بودند و به راهنمایی نگهبان وارد محوطه پانسیون شدند و روبروی ساختمان مسکونی پزشکان پارک کردند. دکتر از پشت پنجره سالن آنها را دید و خارج شد. پشت سر او منیژه و دخترک بیرون آمدند. به محض اینکه پروین از ماشین پیاده شد و پایش را به حیاط پانسیون گذاشت، اسفندیار پرید و در آغوشش کشید. مادر عزیزم، خوش آمدی. دلم برایت تنگ شده. آه. سر و صورتش را غرقه بوسه کرد. همچنان او را در آغوش فشرد. پروین بی اختیار شروع به گریه کرد. با گونه و لب‌های خیس از اشک پسرش را می‌بوسید. اسفندیار من، تو کجایی؟ چرا به من سر نمیزنی؟ من از دوریت دیوانه شدم. آه پسرم، چند سال است که تو را ندیدم. ازدواج کردی، بچه دار شدی، جبهه رفتی، دلم ترکید. اسفندیار. همه دور مادر و پسر جمع شده بودند. بعد از چند دقیقه که جدا شدند، کتایون برادرش را بوسید و منیژه مشتاقانه پروین را در آغوش کشید. مادر جان، خوش آمدی. مادر سپس نوه کوچک را دید، به طرفش رفت و بغلش کرد و بلندش کرد و بوسید. در همین حال دکتر و آقای راد سلام و روبوسی کردند. بفرمایید بالا، بفرمایید. همگی دور میز بزرگ در سالن پذیرایی جمع شدند. دکتر گفت: آقای راد، شما بعد از 3 ساعت رانندگی یقینا خسته هستید. بفرمایید تو اتاق روی تخت استراحت کنید. خیر دکتر عزیز، من در طول رانندگی از مناظر طبیعی لذت بردم. هیچ خسته نشدم. دلم می‌خواهد توی شهر گردش کنیم، کنار دریا بریم. پروین گفت: وقت برای گردش داریم عزیزم. فعلا لازم کمی استراحت کنیم. چشم پروین جان، هر طور شما دوست دارید در خدمتم. کتایون چشمکی به اسفندیار زد و هر دو لبخند زدند. می‌خواستند به هم بگویند چقدر با هم تفاهم دارند. کتایون به شوخی گفت: هرچی پروین جان بگه، آقای راد حرفی نداره. یک دفعه همه زدن زیر خنده. ها 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 میخندیدند. پروین با صورت قرمز شده رو به کتایون کرد و گفت: دختر، منو مسخره میکنی؟ باشه. نه مادر جون، غلط کنم مسخره کدومه؟ میخوام بگم شما چقدر همدیگر را درک میکنید. مگه نه داداش؟ راست میگه مادر جان. ما از این همه تفاهم بین شما و آقای راد لذت میبریم و خوشحالیم. هر دوی شما دوست داشتنی هستید. ضمناً من از کتایون شنیدم که پدرجان مرد فرهیخته و خوشفکری است و از لحاظ خبرهای اجتماعی بروز است. من به هر دوی شما تبریک میگم. آقای راد گفت: حقیقتاً برای من سبب افتخاری که با خانواده محترمی وصلت کردم. من همه شما عزیزان را دوست دارم.
پروین خانم زن فوق‌العاده‌ایه. نه تنها مدیر خوبی است، من از نزدیک شاهد کارش در اداره تالار هستم، بلکه زنی باسواد و اهل مطالعه است. خصوصاً به ادبیات و شعر علاقه دارد. هنر آشپزی او هم حرف نداره. از لحاظ زیبایی هم. خلاصه کنم، من مرد بسیار خوشبختی هستم. همه به افتخار پروین کف زدند. او نوه کوچولویش را در آغوش فشرده بود و لبخند می‌زد. بعد از سکوتی که ایجاد شد گفت: از همه تشکر می‌کنم. همسرم در مورد من زیاده روی کرد. من شایسته این همه تعریف نیستم. راد مرد بسیار خوبی است. رفتارش، اخلاقش، دانش و محبتش بی‌نظیره. من قصد ازدواج نداشتم. او با رفتار و محبتش مرا تسلیم کرد. منیژه چای، میوه و شیرینی آورد و پذیرایی کرد. پروین گفت: عروس خوشگلم، خیلی ممنون هستیم. چقدر خوشحالم که میبینمت. خصوصا این نوه ناز که در آرزوی دیدنش بارها اشک ریختم. خانواده دکتر چند روزی در شهرستان مرزی به سر بردند و از محیط زیبا و ساحلی استفاده کردند. راد بارها با اسفندیار پیرامون مسائل اجتماعی و مشکلات پس از انقلاب بحث کرد. سرانجام سفر به پایان رسید و از دکتر، منیژه و دخترک کوچولو خداحافظی کردند و بازگشتند. 9. دکتر هر روز پیش از رفتن به بیمارستان خلاصه خبرهای روز را گوش می‌داد. آن روز هم مثل هر روز ضمن صرف صبحانه رادیو را روشن کرد. شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. بازگشت همه به سوی خداست. امام دار فانی را وداع فرمودند. چند بار این جمله را تکرار کردند. از در پانسیون وارد خیابان شد. همه جا پرچم سیاه افراشته بودند. به اتاق عمل رفت. به مناسبت فوت رهبر انقلاب تعطیل بود. روزهای بعد نیز مراسم عزاداری در رادیو و تلویزیون و تمام مساجد و ادارات برگزار بود. در مراسم تعشیه جنازه او صدها هزار نفر به روایت رسانه‌ها شرکت کردند و تعدادی زیر دست و پا فوت شدند و سرانجام مراسم خاکسپاری به پایان رسید. آخوندی که بر جنازه نماز خواند بعدها به دستور رهبر جدید 10 سال حبس خانگی شد. چند روز پس از وفات رهبر انقلاب در مجلس شورای اسلامی نمایندگان برای انتخاب جانشین ایشان گرد آمدند و بعد از مقدماتی یکی از یاران امام اظهار داشتند که خواب دیدند و از امام پرسیدند: بعد از شما ما کسی را نداریم که به جای شما بنشیند. و بعد نقل می‌کند که امام فرمودند: چرا نداریم؟ داریم، فلانی. پس همان فلانی را به رأی گذاشتند و پذیرفته شد. سپس ایشان بلند شدند و ضمن اینکه اظهار داشتند برای مقام رهبری صلاحیت ندارند، بر حال آن مردم باید خونگری است که بنده رهبرشان باشم. به هر تقدیر تلویحاً این سمت را به طور موقت پذیرفتند و حدود 30 و اندی سال در این مقام تکیه دادند و مملکت را اداره کردند. این که چنین خوابی برای ملت دیده بود، سمت ریاست جمهوری را بر عهده گرفت و چون ادعای سازندگی داشت، به سردار سازندگی مشهور شد. در واقع او دست بسیاری از نظامیان را که بعد از جنگ بیکار شده بودند گرفت و شرکت‌های تجاری آفرید و آنان را از نعمت رانت بهره مند ساخت. امتیازات زیادی را نصیب خود و اطرافیان و تعدادی از ملایان نمود، مثل امتیاز واردات شکر و تولید لاستیک و غیره. هم در زمان ریاست ایشان کشور دست به ترور مخالفان در خارج زد و به فتوای بالادستی‌ها وزارت اطلاعات تعدادی از رهبران کرد را در رستورانی در برلین به رگبار بست و خیال خود را از شر وجود خطرناک آنان پاک نمود. اگرچه بعداً در دادگاهی در خارج عاملان و آمران این کار محکوم شدند و اسامی آنها به پلیس بین الملل داده شد، ولی اینان دست از کشتار مخالفان نظام مقدس بر نداشتند. هر کس به هر عنوان مخالف نظام مقدس بود یا حتی کمترین انتقاد را داشت، مورد خشم دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی قرار می‌گرفت. بعد از پاکسازی زندان‌ها در صدد پاک کردن جامعه و دانشگاه از عناصر دگراندیش بودند. ایجاد فضای امنیتی از پروژه‌های اطلاعات نظام بود. ایجاد رعب و وحشت همیشه در دستور کار بود. بعد از همه پاکسازی‌ها و منحل کردن احزاب و گروه‌های سیاسی و آوردن رهبران آنها در تلویزیون برای اظهار ندامت و احکام سنگین حبس و اعدام، اکنون پروژه‌ای دیگر در دستور کار قرار داشت. آقای راد در جلسه شبانه دیگری اظهار داشت: خبرهایی است که وزارت اطلاعات و امنیتی‌ها تاکنون تعدادی از نویسندگان و روشنفکران و اهالی فرهنگ را مخفیانه دزدیده و به هلاکت رسانده‌اند. این پروسه ادامه دارد. گویا لیستی از کسانی که باید سر به نیست شوند از سوی اطلاعاتی ها تهیه شده و از نظر آقایان روحانی رأس نظام گذرانده و نظر موافق را گرفتند و اکنون در حال اجراست. نویسنده یا روشنفکر مورد نظر را در راه خانه یا اداره میگیرند و به زور سوار ماشین میکنند و به خارج شهر میبرند، خفه میکنند و به جایی میاندازند. پروین: مگه میشه؟ چطور ممکنه؟
به همین راحتی آدم‌ها رو بکشند؟ به چه جرمی؟ کدوم قاضی دستور چنین جزایی را صادر کرده؟ مگر بدون محاکمه می‌شود کسی را مجازات کرد؟ کتایون: در مورد زندانیان سیاسی که اعدام شدند، یک دادگاه فرمایشی چند دقیقه‌ای اجرا شد، ولی در این مورد این تروره. راد: درسته. ترور اندیشمندان، روشنفکران و مخالفان در روز روشن به دستور حاکمیت و به فتوای ملایان. وزیر اطلاعات آخوندی است که به همراه معاون خود دست به هر کاری میزند و به کسی پاسخگو نیست. او در سفرهای خارج با مهماندار هواپیما که زنی زیبا بوده آشنا می شود و به کمک معاونش او را تصاحب می کند. مدتها با او ارتباط داشته. بعد وقتی احساس خطر می کند که قضیه لو رفته و همسرش آگاه می شود، دستور می دهد و معاونش زن بیچاره را با یک گلوله در مغزش خلاص می کند. دامنه این جنایات ادامه دارد. پروین: خدای من، وحشتناک است. کتایون: بسیاری از شخصیت‌های سیاسی، هنری و ادبی از کشور خارج شده‌اند. آنها هم که باقی مانده‌اند احساس امنیت نمی‌کنند. راد: مردم برای دریافت اخبار صحیح ناچار به دیدن شبکه‌های ماهواره‌ای هستند، چون می‌دانند رادیو تلویزیون به اصطلاح ملی جز دروغ چیزی تحویل آنها نمی‌دهد. کتایون: چند روز قبل ریخته بودند منزل یکی از دوستان و دیش ماهواره را شکسته و همراه گیرنده داخل پرانتز رسیور بردند و بعد جریمه کردند. پروین: مگر می توانند این همه دیش و گیرنده را جمع آوری کنند؟ تمام مردم دارند از ماهواره استفاده می کنند. پس از مدتی خسته می شوند و دست از این کار بر می دارند. به خاطر دارید زمانی که تازه دستگاه ویدیو اومده بود حمله می کردند بزن و بگیر و جریمه کن. سرانجام چه شد؟ الان کمتر کسی ویدیو نگاه می کند. همه سیستم ماهواره راه اندازی کردند. راه به جایی نمی برند. راد: برای اینکه مردم برنامه‌های ماهواره نبینند، امواج آزاردهنده را می‌فرستند که تصاویر این امواج بنابر گزارش‌هایی سرطانزاست. از هیچ اقدام فاشیستی کوتاهی نمی‌کنند. کتایون: این رسم همه دیکتاتورهاست. تنها چیزی که برایشان مهم است بقای بساط ننگینشان است که به قیمت خون هزاران زن و مرد و جوان برپا شده. چند شب بعد در جلسه شبانه راد بیان کرد: دوستان، در راستای پروژه پاکسازی مخالفان چند تن از سلاخان رژیم به خانه یکی از رهبران ملی ریختند و او و زنش را با ضربات متعدد چاقو به قتل رساندند. ابعاد این جنایات هولناک در تمام دنیا انعکاس یافته و اکثر احزاب و آزادیخواهان جهان این عمل وحشیانه را محکوم کردند. نظیر چنین عمل ناجوانمردانه را در خارج از کشور نیز انجام داده اند. کتایون: شنیده بودم بچه‌هاشون در خارجند. چقدر وحشتناکه. پروین: جنایتکاران بیرحم. شنیدم گفتند اینها عده‌ای خودسر بودند و آنهایی که کشته شدند دشمن نظام. راد: بله، به نظر آقایان دشمن در هر صورت باید کشته میشد، ولی نه خودسرانه. همین جرم قاتلان رفتار خودسرانه بوده، وگرنه فعلشان درست است و دشمن نظام مقدس را به هلاکت رساندند. پروین: البته بدون محاکمه و دادرسی. راد: باید به این قاتلان محترم دستمریزاد گفت که کار قوه قضاییه و مجریه را کم کردند. خود محاکمه، قضاوت و حکم به اجرا نمودند. کتایون: اجرای این گونه دهشتناک، هیچ حیوانی این گونه با قربانی رفتار نمی کند. اینها دیگر چه جانورانی هستند خدای من. راد: اما پروژه‌ای که شکست خورد. داستان از این قرار است که عده‌ای از شاعران و نویسندگان عضو کانون نویسندگان به دعوت باشگاه نویسندگان ارمنستان عازم سفر می‌شوند. آنان با هماهنگی در اتوبوسی راه میافتند، غافل از خوابی که برایشان دیده‌اند. به گردنه‌ای در ارتفاعات شمال غرب کشور میرسند. شب بود و تعدادی از مسافران در خواب بودند که ناگهان اتوبوس منحرف و به طرف دره سرازیر میشود و راننده از ماشین بیرون میپرد و فرار میکند. خوشبختانه اتوبوس به تخت سنگ بزرگی گیر میکند و متوقف میشود و همه پیاده میشوند و جان به سلامت به در میبرند. این نقشه یعنی کشتن عده زیادی نویسنده شکست میخورد. پروین: حتما این راننده هم خودسر بوده و خواسته مملکت را از شر تعدادی شاعر و نویسنده که بلای جان مردم بودند رها کند. کتایون به پروین نگاه کرد و گفت: روزگار غریبی است نازنین، عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد. راد: دوستان، این پروژه پاکسازی در داخل و خارج ادامه دارد و به این زودی پایان نمی‌یابد و به نام قتل‌های زنجیره‌ای خوانده می‌شود. 10. دکتر جراح منحصر به فرد شهر ساحلی بود. بنابراین تمام کارهای جراحی از اعمال کوچک تا بزرگ و اضافه بر آن اعمال جراحی زنان به علت نبودن متخصص زنان را پوشش می‌داد. جوان و تازه فارغ التحصیل بود و اشتیاق زیادی برای کار داشت. هر روز 3 تا 4 عمل داشت و گاهی عمل اورژانس هم اضافه می‌شد. او دریافت برای کار کردن و افراد و تکنسین‌های باسواد و پرستارهای با معلومات روز نیاز دارد. بنابراین
تصمیم گرفت کادر درمان را با دانش جراحی روز آشنا کند. برای آنها کلاس‌های آموزشی گذاشت و روزهای پنجشنبه از آنها می‌خواست کنفرانس بدهند. گاهی از شهرهای دیگر بعضی استادان را برای ایراد سخنرانی دعوت می‌کرد. روابط دوستانه و توأم با احترامی با همه کادر درمان و پرسنل بیمارستان برقرار کرد. محیطی گرم و صمیمی ایجاد شد که افراد را به کار تشویق می‌کرد. مسئولیت سرپرستی بیمارستان را پذیرفت و کارش بیشتر شد. با هماهنگی مرکز با گرفتن بودجه کمی، مشکل پوسیدگی لوله‌کشی آب را حل کرد و کلاً تمام لوله‌کشی آب گرم و سرد را تعویض نمود و منبع آب بزرگ دو جداره را در ارتفاع بالایی نصب کردند. کار بعدی عمرانی تعویض کلی سربندی قدیمی بیمارستان بود که کاری اساسی به شمار می‌رفت. سالها بود که در زمان بارندگی در بعضی واحدها آب از سقف می‌چکید. قدم بعدی سنگکاری بخش‌ها و اتاق عمل بود که بسیار به تمیزی و جلوه بیمارستان افزود. خصوصاً در اتاق عمل سنگ‌های سفید زیبا باعث شگفتی پزشکان آن سوی مرز بعد از بازگشایی مرز گردید. دکتر به باغبان سفارش کرد که به فضای سبز محوطه رسیدگی دقیق نماید و همیشه گل‌های خوشرنگ و زیبا و خوشبو بکارد و همه جا تمیز باشد. برای این کار حق اضافه کاری کافی برای او در نظر داشت. روزی مدیر به دکتر گفت: جناب دکتر، می‌خواهم مطلبی را با شما در میان نهم. ممکنه با من تشریف بیاورید؟ البته، خواهش می‌کنم. ولی ابتدا به اورژانس سری بزنیم. گویا یک بیمار مراجعه کرده است. به اورژانس رفتند. مردی با هیکل بزرگ و اندام درشت و صورت دراز با ریشی حنایی روی تخت دراز کشیده بود. پرستار گفت: آقای دکتر، این مرد میگوید چند روز است که درد شکم دارد و چیزی نمیخورد. حالت تهوع دارد و بدنش داغ است. 2 روز است که در راه است. از پشت کوه‌ها آمده. پیاده با این چوب دستی. اشاره به چوب دستی کرد که کنار تخت تکیه داده بود. چقدر راه است؟ حدود 50 کیلومتر، جناب دکتر. چند سال سن دارد؟ 50 سال. دکتر به طرف مریض رفت و به آرامی دست روی شکمش گذاشت. بعد از معاینه کوتاهی برگشت و به پرستار گفت: این مرد دچار پریتونیت است. احتمالاً آپاندیستش ترکیده و چرک در تمام حفره شکمی پخش است. مدیر پرسید: باید عمل شود؟ حتماً، فوراً سرم وصل کنید. بعد چند آزمایش و دارو برایش نوشت و به پرستار دستور داد تا نیم ساعت دیگر بیمار به اتاق عمل منتقل شود. بریم آقای مدیر، کجا را می‌خواستیم ببینیم؟ بفرمایید قربان، از این طرف. چند دقیقه بعد در سالن بزرگ نمازخانه بودند. ملاحظه بفرمایید جناب دکتر، سالن به این بزرگی مثل دریاست. فقط 2 نفر اومدن برای نماز. پیشنهاد شما چیه؟ میگید در نمازخانه را ببندیم؟ نه، به هیچ وجه. می توانیم استفاده بهینه کنیم. با یک پرده بزرگ در وسط این فضا را نصف کنیم. قسمت جلو که میز و منبر است نمازخانه باشد و این قسمت را برای کار دیگری استفاده کنیم. مثلا چه کاری آقای مدیر؟ میتونی کار دست ما بدی؟ فردا ما را به جرم مخالفت با نماز و نه جناب رئیس، اشتباه نفرمایید. ما میتونیم 2 تا میز تنیس روی میز نو بخریم و در این قسمت بگذاریم تا پرسنل درمانی یا اداری در ساعات فراغت غیر اداری بازی کنند. ورزش سالمی است و بسیار مفید. خلاف ارزش‌های دینی هم نیست. دکتر کمی فکر کرد و گفت: فکر بدی نیست، اما بودجه‌اش را از کجا تامین می‌کنید؟ از ردیف ورزش وزارتخانه می‌گیریم. خودم ترتیبش را میدم. با هم از نمازخانه بیرون آمدند. دکتر به اتاق عمل رفت. همانطور که حدس زده بود، بیمار عفونت منتشر داخل شکم داشت، ولی قیافش از درد شاکی نبود و همانطور که گفته بود 50 کیلومتر راه را از دل کوه‌ها با این وضع پیموده بود. شکم را در خط وسط باز کرد. ترشحات چرکی را ساکشن و آپاندیست گانگرنه و پاره شده را برداشت و تمام شکم را با چند لیتر سرم گرم شست و تمیز کرد. فردای آن روز بیمار را ویزیت کرد. حالش خوب بود. تب خفیفی داشت و از گرسنگی شکایت می‌کرد. دکتر گفت: شما باید 2 روز چیزی نخورید، فقط دهان و صورت را بشویید. مرد با زبان خود اظهار داشت که چیزی نفهمیده است. حرفای دکتر را برایش ترجمه کردند. سرش را جوری تکان داد که قبول ندارد و درخواست غذا کرد. دکتر به سرپرستار گفت: مریضی که پریتونیت جنرالیزه داشته نباید به زودی چیزی بخورد. حال شما کمی مایعات به او بدهید، البته محدود. روز بعد که دکتر برای ویزیت بیماران رفت، مرد بیمار روی تخت نبود. خانم پرستار: این بیمار کجاست؟
آقای دکتر، این بیمار آدم عجیبی بود. هر چه دلش خواست غذا خورد. سرمش را کشید، چوب دستی را برداشت و رفت. کجا رفت؟ نمیدونم دکتر، فقط به طرف کوه‌ها اشاره کرد. هزینه را هم نداد. اون مهم نیست، ولی با این وضع بخیه‌ها و پانسمان باید دست کم چند روزی آنتی بیوتیک می‌گرفت. واقعا آدم عجیبی بود. تا امروز چنین مریضی ندیدم. قوی، عضلانی، مثل یک غول بود. چندی بعد 2 عدد میز تنیس روی میز نو خریداری و در بخش شمالی نمازخانه گذاشتند. اولین کسانی که با بازی خود این ورزشگاه کوچک را افتتاح کردند دکتر و معاونش بودند. هر دو خوب بازی کردند و مورد تشویق قرار گرفتند. اعلام شد همه کارمندان آزادند در اوقات فراغت از این میزها استفاده کنند. قرار شد یک دوره مسابقه اجرا شود تا چند نفر به نمایندگی در مسابقه استانی اعزام شوند. چند روز بعد سر و کله نمایندگی بهداری همراه با رئیس حراست در بیمارستان پیدا شد. دکتر آنها را به دفتر ریاست دعوت کرد. مدیر و رئیس پرستاری هم در دفتر حضور داشتند. همه دور میز بزرگ وسط اتاق جمع شدند. رئیس حراست بعد از مقدماتی درباره کارهای عمرانی انجام شده صحبت کرد و از جراح و سرپرست یا رئیس بیمارستان تقدیر کرد. نماینده بهداری نیز خدمات درمانی به خصوص پوشش درمانی زنان را به جهت اینکه این شهر متخصص زنان ندارد بسیار ارج نهاد و در آخر گله خود را از جهت تبدیل نمازخانه به ورزشگاه بیان داشتند. رئیس حراست نیز درباره تشویق اسلام به رفتن به مساجد و خواندن قرآن و نماز روزه خواند. آنگاه نوبت دکتر بود که صحبت کند و پاسخ گله آنان را بدهد. آقایان، خوشحالم بگویم که بیمارستان نمونه‌ای از تلاش و همت انسانی را در راستای بهبود بیماران به عمل آورده است. علاوه بر کار درمانی، ما در جهت آموزش پزشکی هم برای ارتقای سطح اطلاعات کادر درمانی کوشیدیم. در زمینه عمرانی گام‌های خوبی برداشتیم که حتما اطلاع دارید. ما حتی در مواردی بعضی از اقلام دارویی را با مجوز مرکز در اختیار سایر بیمارستان‌های استان قرار دادیم. اقلامی که در شرایط جنگی نایاب بود، ولی ما به کوشش دوستان همکار فراهم نمودیم. ضمناً در راستای وظیفه میهنی نیروی درمانی به جبهه روانه داشتیم و خود نیز چندین بار به عنوان جراح عازم جبهه شدم. ما در کنار وظایف اصلی دوست داریم کارهای فوق برنامه هم انجام دهیم. اینها شامل فعالیت‌های ورزشی و هنری است که در همه دنیا جایگاه ارزشمندی دارد. فعالیت ورزشی مثل تنیس روی میز یکی از آنهاست. ما این کار را در جهت بهداشت روحی و جسمی افراد می‌دانیم. تشویق می‌کنیم به جای کشیدن سیگار آنها بازی کنند، به جای آنکه بنشینند و در غیاب دیگران بدگویی کنند یا الفاظ زشت به کار ببرند ورزش کنند. حال چرا از فضای نمازخانه استفاده کردیم؟ چون عملاً بیش از 2/3 آن فضا بلا استفاده مانده بود. در پایتخت مسجدی را دیدم که درست مانند اینجا بخشی از فضای مسجد را برای بازی تنیس روی میز اختصاص دادند که به نوعی تشویق جوانان به ورزش بود. پس این کار هدف خیلی داشته و من هیچ اشکالی در آن نمی‌بینم. این به معنی تعطیل کردن نمازخانه نیست. رئیس حراست: درست می‌فرمایید دکتر عزیز، اما انتظار می‌رود برای نماز و هم تبلیغ بفرمایید. چطور ممکن است تنها 2 نفر برای نماز ظهر بیایند؟ جناب، کارها مشخص است. کار من تبلیغ برای نماز و نظام و این چیزها نیست. بنده پزشک هستم و طبابت می‌کنم. در کنارش کمک‌های دیگر در جهت اهداف بیمارستان انجام میدم. پرسنل آزادند برند برای نماز یا نرند. معلوم بود که رئیس حراست ترش کرده است. از قیافه‌اش معلوم بود که عصبانی است. از جا بلند شد و گفت: بسیار خوب، موفق باشید. مزاحم نمیشیم. هر دو رفتند. 11. بعد از ظهر یک روز تعطیل، اسفندیار و منیژه در کنار هم دراز کشیده بودند و استراحت می‌کردند. منیژه موهای او را نوازش می‌کرد. اسفند، بیداری؟ آره عزیزم، بیدارم. فقط چشمم بسته است. بگو، حرف بزن. اسفند، ما تا کی باید در این شهر کوچیک باشیم؟ کی باید از این شهر بریم به یه شهر بزرگتر؟ مثلا کجا عزیزم؟ چه میدونم، بریم به مرکز شهر خودمون. آنجا مادرت و خواهرت و فامیل من هستند. اینجا خیلی سوت و کوره، دل آدم میگیره. چه فرقی میکنه جانم؟ تو هر وقت خواستی میتونی بری و سری به پدر و مادر بزنی و به علاوه در این شهر خلوت و کنار ساحل آدم احساس آرامش میکنه. از شلوغی و ترافیک خوشت میاد؟ ما زمانی از اینجا میریم که یه جراح جای من بیاد. کی میاد؟ درخواست کردی؟ چه میدانم عزیزم، من هم درخواست نکردم. همین وقت سر و صدای زیادی از بیرون به گوش رسید. منیژه یک مرتبه بلند شد، نشست. چه خبر شده؟ این سر و صداها چیه؟ میشنوی اسفند؟ آره، نمیدونم. اجازه بده لباس بپوشم برم بیرون ببینم چه خبره عزیزم. شقایق کجاست؟ تو اتاق داره بازی میکنه. اسفندیار از خانه بیرون آمد. پا به خیابان گذاشت. ازدحام جمعیت از جلوی بیمارستان تا پل مرزی ادامه داشت. همه جمعیت و بوق ماشین‌ها اجازه نمیداد صدای آدم به کسی برسه. از یه آقایی پرسید: چه خبره آقا، چی شده؟ دکتر،
مرز باز شده. اون طرفی ها ریختن تو شهر. این آدم ها هم میخوان برن اون طرف. کی این اتفاق افتاد؟ معلومه که اخبار دیشب را گوش نکردی دکتر. نه، گوش نکردم. من تا نیمه شب تو اتاق عمل بودم. بعد خسته رفتم خوابیدم. تا الان بیمارستان هم سر نزدم. اخبار چی گفت؟ مرزها باز شده. دیوار برلین فرو ریخت. مردم دو آلمان یکی شدند و شادی کردند. اینجا هم مردم از مرزها گذشتند. کسانی که 40 بلکه 50 سال برادر یا خواهر و فامیل خود را ندیده بودند دارند میاند و میرند. نگاه کن دکتر، اون اتوبوس از لنکران اومده. اون آقاه که تنش از پنجره ماشین بیرونه، دستش یه شیشه ویسکیه. ببین چی میگه. یاشاسین آزادی. داخل پرانتز زنده باد آزادی. از دیشب کم کم ریختند. تا امروز ظهر هزاران نفر اومدند. خیلی از جوانها از این طرف رفتند اونور. دکتر سری به بخش اورژانس زد و به خانه برگشت. منیژه بیا، این هم شهر شلوغی که میخواستی. ببین چه خبره. فوج آدم داره میاد و میره اونور مرز. از زمان جنگ جهانی این مرز بسته شد. بعضی خانواده ها کسانشان آن طرف مرز ماندند. همینطور برعکس. اما الان بیشتر جوانان عجله دارند که بروند. جوانان چرا؟ برای عیش و نوش و تفریح. اینجا که از این خبرها نیست. عجب، مرز برلین هم باز شد. چه خوب. کسانی که سالها همدیگر را ندیدند دیدار تازه می‌کنند. دلم می‌خواد این آدم‌ها را ببینم. بعد از فروپاشی جماهیر شوروی اقمارش هم دچار تحول‌هایی شدند و خلاصه مرزهای ظالمانه را برچیدند. تمام دیکتاتوری‌های تمامیت‌خواه چنین عاقبتی دارند. فروپاشی. پس به راحتی میشه رفت اون طرف، نه؟ نمیدانم، اون طرف ممکن است مانعی نباشد. هر که بخواد میاد اینور، ولی از این طرف حتما مقرراتی دارن. مثلا از خود تو بپرسن اون طرف چه کار داری، چی میگی؟ حتما نباید کاری داشته باشی، برای گردش و سیاحت هم میشه رفت. باید صبر کرد و اوضاع منظم شود. حتما مقرراتی خواهند گذاشت. صبح اولین روز هفته دکتر بعد از یک عمل اورژانس در دفتر ریاست بیمارستان مشغول مطالعه بود. یکی از خدمات گفت: آقای دوامی، تشریف بیاورند داخل. مرد بلند قدی با محاسن پرپشت و صورتی شاد وارد شد. سلام آقای دکتر، من رئیس اطلاعات هستم. ببخشید اگر بی موقع مزاحم شما شدم. خواهش میکنم، بفرمایید. چه فرمایشی دارید؟ دکتر عزیز، من در جریان کارها و زحمات شما هستم. میدانم چه خدمات ارزنده‌ای در این شهر میکنید. اینکه جای متخصص زنان هم قبول زحمت کردید بسیار جای قدردانی است. نمیدانم اطلاع دارید یا نه که پیش از آمدن شما مردم این شهرستان مرزی نامه به مجلس نوشتند که متخصص زنان ندارند و گرفتارند و مریضی که نیاز به سزارین دارد باید با آمبولانس 300 کیلومتر راه را تا مرکز استان طی کند. گاهی در راه اتفاقی رخ میداد و نقطه‌چین. حالا همه راضی هستند. در جریان تحولاتی که در بیمارستان دادیم هستید؟ البته دکتر عزیز، تمام جزئیات را میدانم و به خاطر همه این خدمات شما را که همشهری من هستید تحسین میکنم. میدانید اخیراً نمازخانه را به ورزشگاه تبدیل کردم و مورد اعتراض حراست قرار گرفتم؟ رئیس اطلاعات بلند قاه قاه خندید. دکتر تعجب کرد. چرا میخندد؟ همه را میدانم دکترم، بی خیال باش. کار خوبی کردی. هر وقت دوست داشتی به من زنگ بزن، بیام چند دست تنیس بزنیم. دوباره شروع کرد به خندیدن. ها 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 ها. دکتر هم خندش گرفت. گفت: شما با رئیس حراست بیداری تفاوت دارید، نه؟ هر دو از مسئولان جمهوری اسلامی نیستید؟ آدم باور نمی کند. دکترم، آنها بچه هستند. مسائل را سطحی نگاه می کنند. خب نمازخانه این که 4 تا آدم نمیرن نماز بخونند، این همه فضا را میخواد چه بکند؟ من با این کارتان کاملا موافقم. هیچ مشکلی نیست. دکتر دستور داد چای آوردند. رئیس اطلاعات چای خورد و سپس گفت: دکتر عزیز، شنیدم که شما کار جراحی زنان انجام می دهید. میخواستم خواهش کنم لوله های همسرم را ببندید. چند تا بچه دارید؟ همسرتان رضایت میده؟ حامله نیست؟ 3 تا. همسرم راضی است. تست حاملگی هم دادم. منفی است. بسیار خوب. الان ترتیبش را میدم جناب دوامی. سپس دستور بستری شدن همسر او را نوشت و چند آزمایش ساده و گفت که تا عصر چیزی نخورد و برای عمل آماده باشد. مرد بسیار تشکر کرد. دکتر پرسید: داستان باز شدن مرز چیه و برنامه چیست؟ آیا همه می توانند گذر کنند؟ دکتر: فعلا شرایط دقیقاً روشن نیست، ولی باید انضباط برقرار شود و طبق ضوابط به افرادی که موجه است گذرنامه داده شود. از چه نظر موجه؟ یعنی چه؟
قرار است کسانی که تا 45 کیلومتری مرز ساکنند گذرنامه مرزی بگیرند و به علاوه آن هر کس ثابت کند آن طرف فامیل یا آشنایی دارد هر کجا باشد گذرنامه دریافت می‌کند. متشکرم از اطلاعاتی که دادید. خواهش می‌کنم شما این مدارک را که می‌نویسم به من بدهید. خودم گذرنامه شما و همسر و بچه را می‌آورم. نه، راضی به زحمت نیستم. فقط بفرمایید کجا مراجعه نمایم. زحمت کدام دکتر عزیز؟ این وظیفه است. همه سازمان‌ها باید در مقابل خدمات شما سپاسگزار باشند. شما نباید وقتتان را صرف رفتن به این و آن اداره نمایید. کاری داشتید مستقیم به من زنگ بزنید. ضمناً در مورد بیمارستان هر مشکلی هست به من اطلاع دهید. دکتر تشکر کرد و به بخش دستور داد که خانمی عصر مراجعه می‌کند، بستری و برای عمل آماده شود. رئیس اطلاعات خداحافظی کرد. 2 هفته بعد دکتر و خانواده عازم شهر مرزی همسایه شدند. اولین جایی را که دید بیمارستان بود. وقتی از پله‌های بیمارستان بالا می‌رفتند، دکتر گفت که مواظب باشید چون پله‌ها ارتفاع مساوی ندارند. منیژه گفت: هیچ جای دنیا اینطور پله دیدید؟ هر کدوم یه رنگ است. آدم سرگیجه میگیرد. دقت نکنی زمین میخوری. همین موقع شقایق جیغ زد. جسم سیاه بزرگی سریع از لای پای دخترک رد شد. منیژه با دست به حیوان اشاره کرد. دکتر گفت: گربه بود؟ نه، موش بود. یه موش گنده. عجب بیمارستانیه. چقدر کثیفه. وارد اتاق رئیس بیمارستان شدند. با او دست دادند. منشی معرفی کرد. آقای دکتر اسفندیار، جراح و رئیس بیمارستان مرزی آن طرف، خانم و دختر کوچولویشان. رئیس با زبان آذری بسیار خوشامد گفت و تعارف کرد که به منزل بروند. اسفندیار خواست که بعضی از قسمت‌های بیمارستان را ببینند. پس به اتفاق از اورژانس شروع کردند. خانم منشی هم همراه آنها آمد و حرفا را ترجمه می‌کرد. در اورژانس مردی که گراز پایش را دریده بود روی یک صندلی نشسته و پای مجروحش را روی صندلی دیگری گذاشته بود. خون از زخم سر تا سر ساق می‌چکید. دکتر کنجکاو شد که چه کار می‌کنند. رئیس توضیح داد اول زخم را با ماده ضد عفونی می‌شویند، بعدش بخیه می‌کنند. دکتر سوال کرد برای دردش چه می‌کنند. دکتر کریم اف، جراح و رئیس بیمارستان، ابتدا خندید و بعد توضیح داد: ها، دردی نیست، درد کمه، بده بخوره. با اشاره او مردی که داشت مجروح را درمان می‌کرد سر یک شیشه را باز کرد و به مجروح داد. مرد مجروح با ولع شیشه را سر کشید. دکتر پرسید: این چیه؟ مسکنه؟ این مشروب است، کنیاک، بهترین مسکن. چیزی که شما آن طرف ندارید. دکتر کاملا تعجب می‌کرد. تمام عضلات پای مرد پاره است، از درد می‌لرزد. باید به اتاق عمل برود، بیهوش شود یا لااقل بی‌حسی تزریق گردد. این چه روش وحشیانه ی قرون وسطایی است. مردی که روپوش سفید کثیفی بر تن داشت شروع کرد از پایین زخم را با نخ قرقره‌ای که از درون محلولی درآورد دوختن. مرد از درد فریاد میزد و کنیاک را سر میکشید. دکتر سرانجام گفت: روش ما اینطور نیست. ما بر اساس استانداردهای علمی جهان این گونه بیماران را به اتاق عمل میبریم، سرم وصل میکنیم، بیهوشی میدهیم. بعد زخم را با سرم و پوست را با بتادین میشوییم و سپس زخم را در چند لایه با نخهای استاندارد ترمیم میکنیم. در ضمن بیمار آنتی بیوتیک وریدی میگیرد و 2 روز در بخش تحت نظر است. ضد کوزاز، واکسن یا سرم تزریق می شود. نه، ما الان مرخص می کنیم. دکتر سرش را به نشانه عدم موافقت تکان داد. از بخش جراحی و داخلی دیدن کردند و به دفتر برگشتند. به درخواست دکتر در یک هتل جا گرفتند و ماشین آمد و آنها را به هتل برد. عصر آن روز کمی در شهر که به نظر منیژه یک روستای بزرگ بود قدم زدند و غذای مختصری خوردند و به هتل برگشتند. به صاحب هتل گفتند صبح زود یک ماشین سالم و تمیز برای بردن آنها به باکو آماده باشد. باکو مرکز آذربایجان شوروی که اکنون فروپاشیده بود. دکتر بسیار مایل بود آنجا را ببیند و زندگی مردم را از نزدیک مشاهده کند و تحولاتی را که طی 70 سال سلطه کمونیست‌ها در آنجا رخ داده بود از زبان صاحب نظران بشنود. آنجا کعبه آمال بسیاری از روشنفکران وطنی بود. صبح زود راه افتادند. بعد از حدود 1 ساعت به لنکران رسیدند. دکتر به راننده گفت کمی توقف کند. صبحانه ایمیل کنند و چند جا را از جمله بیمارستان را ببینند. بعد از صرف صبحانه راننده آنها را به مریضخانه رساند. دکتر گفت: من تنها میروم، زود برمیگردم. بعد از 10 دقیقه به ماشین برگشت. منیژه پرسید چطور بود؟ مثل گور، تاریک و سیاه. واقعا اسم اینجا را میگذارند بیمارستان؟ بعد به راننده اشاره کرد که حرکت کند. مسیر جنگلی زیبایی بود. در مسیر آبادی‌هایی دیده می‌شد. کشاورزان مشغول کار بودند. دکتر با اندک آشنایی که به زبان آذری داشت وارد بحث با راننده شد. گل آقا، شما اهل کدام شهر هستی؟ اهل شهر پوشکین. چند دقیقه دیگر به آنجا می‌رسیم. پوشکین را می‌شناسی؟ بله، شاعر بود، شاعر انقلابی که در دوئل کشته شد. البته قبل از انقلاب اکتبر، درسته؟ درسته. گل آقا، بفرمایید رژیم کمونیستی برای شما چه کرد؟ چه مزایایی داشت؟ برای ما هیچ فایده‌ای نداشت. البته برای نوکرانش بی‌فایده نبود.
نوکرانش کی بودند؟ اعضای حزب، جوانان دموکرات که همه جا تبلیغ نظام را می‌کردند یا آدم فروشی می‌کردند، یعنی کسانی را که انتقاد می‌کردند لو می‌دادند. منیژه: درست مثل نظام ما، آنها که مداحی می‌کنند مزایا و سهمیه مخصوصی دارند، فرقی نمی‌کند. تمام نظام‌های ایدئولوژیک همینطورند. از شهر پوشکین رد شدند و بی‌توقف تا ظهر در راه بودند و به باکو رسیدند. شهری بزرگ با ساختمان‌های بلند و تاریخی که همه جا دیده می‌شد. در وسط میدان بزرگ و اصلی شهر، بالای سکوی بلندی، تندیس عظیم رهبر انقلاب اکتبر قرار داشت. در حالی که دست راستش را به طرف جلو گرفته بود، راه نوین را نشان می‌داد. گل آقا گفت: به زودی پایین آورده می‌شود. راننده آنها را به آدرسی که داده بودند رساند. وسایل آنها را تحویل داد. دستمزدش را گرفت، تشکر کرد و رفت. دوستانشان که قبل از آنها رسیده بودند منتظر بودند. با دیدنشان بسیار خوشحال شدند. غذا آماده بود. بعد از شستن دست و رو با شیر آبی که کمی گلالود بود، همه دور میز غذا جمع شدند. قرار بر این شد که از روز بعد به گشت و سیاحت در شهر بپردازند. گرگ ها، امیرسامان گیلانی. راوی: نسیم. تولید و پخش فایل صوتی: کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. بخش هفتم. 1. جلسات شبانه ادامه داشت و آقای راد نیز برای تمام این جلسات مطالب تازه و مفیدی را به بحث می‌گذاشت. پروین و کتایون هم مشتاقانه در این بحث‌ها شرکت می‌کردند و نقطه نظرات خود را عرضه می‌دادند. گاهی پیش می‌آمد که شبی مهمان هم داشتند که در این صورت مهمانان هم در مناظره شرکت می‌کردند. راد: دوستان، اعتصابات دانشجویی دامنه بیشتری پیدا کرده و از خیابان‌های بالای شهر به طرف پایین سرازیر شدند و به سمت خانه رهبری می‌روند. الان 2 روز است که با هیچ ترفندی نتوانستند آن را خاموش کنند. شروع تظاهرات با اعتراض به بستن یک روزنامه اصلاح طلب شروع شد که سندی را منتشر کرد، ولی بعداً دامنه مطالبات بالا رفت و شعارهای تندی علیه نظام داده شد. نیروهای ضد شورش از وسعت اعتراضات به وحشت افتادند. چند بانک را به آتش کشیدند و به حساب دانشجویان گذاشتند که بهانه‌ای برای سرکوب بیرحمانه بود. رهبری در ابتدا اظهار داشت حتی اگر عکس مرا آتش زدند یا پاره کردند کاری با آنها نداشته باشند. از طرف دیگر بهانه‌هایی به عنوان اغتشاش و خسارت به اموال عمومی برای سرکوب دارند. پروین: نیروی انتظامی همراه لباس شخصی‌ها در چند نقطه با دانشجویان برخورد کردند که البته محدود بود. خدا می‌داند چه خوابی برای آنها دیده‌اند. هنوز تمام قد ظاهر نشدند. راد: درگیری در خوابگاه دانشجویان هم افزایش یافته. در اینجا ساکنان اطراف نیز به حمایت از دانشجویان آمدند. کتایون: نتیجه را چطور می‌بینید؟ راد: هرچند رهبر اصلاحات یعنی رئیس جمهور خواستار پایان مسالمت‌آمیز درگیری‌ها شده و نماینده‌اش با نمایندگان دانشجویان صحبت کردند، ولی پاره‌ای از نظامیان شیوه‌های برخورد خشن را پیشنهاد می‌کنند. من خوشبین نیستم، خصوصاً از این می‌ترسم که لباس شخصی‌ها در سایه حمایت نظامیان به خوابگاه حمله کنند و دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دهند. در این صورت بیچاره‌ها راه گریزی ندارند. پروین: مردم نباید اجازه دهند که چنین اتفاقی رخ دهد. راد: درسته، اما اگر بخواهند کاری بکنند زمانی انجام می‌دهند که مردم در خیابان نباشند، مثلا نیمه شب که همه جا خلوت است. نظر راد درست بود. حدود 2 ساعت از نیمه شب گذشته درب خوابگاه به روی فوج عظیمی از نیروهای موسوم به لباس شخصی و به دنبال آن نیروهای انتظامی گشوده شد. لباس شخصی‌ها مجهز به چماق‌های بلند و انواع سلاح‌های سرد به داخل اتاق دانشجویان یورش بردند و بدون هیچ سؤال با کلام رکیک و فحش‌های زشت و وحشیانه به جان آنها افتادند و با چوب دستی‌های کلفت به سر و تن و اندام آنها کوفتند. در و پنجره و کمدها را شکستند. تمام وسایل شخصی آنها را خرد کردند. بیرحمانه سر و صورت و بدنشان را زخمی و خون‌آلود کردند. و چند تن از دانشجویان را از طبقه 2 و 3 با شعار یا زهرا به حیاط خوابگاه برد نمودند. شاید در تصور خود با این کار ثواب بیشتری می‌بردند
هیچ کس نمیتوانست از مهلکه فرار کند، چون در راهروها و راههای خروجی همه جا مهاجمان مسلح راه را بسته بودند. گیرم که یکی از آنجا می‌گریخت. در خیابان‌های خوابگاه نیروی انتظامی در انتظارش بود. در و دیوار و زمین از خون دانشجویان رنگی شده بود. بعدها فیلم‌هایی که از واقعه کوی دانشگاه در شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای نمایش داده شد، آنقدر دلخراش و وحشتناک بود که بسیاری از دیدن آن امتناع کردند. در جلسه بعدی بعد از شام آقای راد گفت: ملاحظه فرمودید دوستان چطور در تاریکی شب به حریم ظاهراً امن دانشجویان یورش بردند و آنها را در خواب بیرحمانه با چماق در هم شکستند و تازه هیچ ارگانی هم چنین جنایتی را به گردن نگرفت. نیروی انتظامی که ظاهراً دخالتی نکرد و به عبارتی نیروهای مردمی این کار را انجام دادند. نیروهای مردمی همان لباس شخصی هایی هستند که همه جا برای سرکوب اجتماعات و اعتراضات آماده اند. به عبارت دیگر نیروهای خودسر و فدایی نظام که ظاهراً ربطی به جایی ندارند و کسی نمی‌داند بودجه آنها از کجا تامین می‌شود. شاید از خزانه غیب پشتیبانی می‌گردد. پروین: رئیس جمهور که رهبر اصلاحات است کجای کار هستند؟ مهمان: عملاً رئیس جمهور کاری نیست، تشریفاتی است. تمام کارها و تصمیمات در دستگاه خلافت یا ولایت فقیه از بالا گرفته می‌شود. بنابر نظر خود ایشان یک عامل تدارکاتچی بیش نیستند. شاهد بیرحمانه‌ترین و خشن‌ترین برخورد نظامی با مردم و دانشجویان بوده، ولی وزارت تحت امر او اوامرش را اجرا نمی‌کند. حقیقت این است. کتایون: رئیس جمهور در مورد قتل‌های زنجیره‌ای فرمودند تا ریشه این فتنه را پیدا نکند کوتاه نخواهد آمد. نتیجه چه شد؟ راد: نه عاملین و نه آمرین آن دقیقاً افشا شدند. یک شعار تو خالی بود، به او اجازه تعقیب قضیه را نمی‌دهند. پروین: شرایط زندگی مردم نیز سخت شده است. همه چیز رو به گرانی است. اگر تا دیروز گله میشد، میگفتند که شرایط جنگی است و باید مدارا کرد. حال که جنگ هم چند سالی است که تمام شده، باز هیچ گشایشی در معیشت مردم دیده نمی شود. مهمان: هیچ برنامه اقتصادی شفافی وجود ندارد. تمامی شعارهایی که از اول انقلاب در مورد مسکن و آب و برق مجانی و سایر چیزها دادند باد هوا بود. مسکن در مدت یک دهه 50% افزایش داشته است. جدا از گرانی‌ها، عده‌ای از سایه رانت‌های حکومتی صاحب کیسه‌های نو شدند و چندین مورد اختلاس و دزدی صاحبان و نزدیکان قدرت افشا گردیده که مثل سایر مسائل تعقیب آنها تعطیل گردید. راد: سیر حوادث نشان می‌دهد که رژیم به سرعت در راه استبداد دینی تمام عیار در حرکت است. امید کمی به بهبود این شرایط وجود دارد. بستن تعداد زیادی از روزنامه‌های غیر وابسته به حکومت نقطه پایانی به امید اندک در جهت اصلاح بود. 2. گردش در شهر باکو در روزهای نخستین بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این حسن را دارد که هنوز چیزی تغییر نکرده است. هنوز چیزی دست نخورده و آدم می‌تواند چهره واقعی سوسیالیسم 70 ساله را ببیند. در سطح شهر ماشین‌های نو وطنی مثل لادا و موسکویچ زیاد دیده می‌شود. از ماشین‌های غربی خبری نیست. دکتر حواسش بود که همه چیز را ببیند و بپرسد، از خوراکی‌ها، لباس، تاکسی و وسایل حمل و نقل عمومی و سایر چیزها. کلاً کیفیت را بسیار پایین دید. قیمت‌ها بالا بود. بهترین میوه و سبزیجات در محل زندگی در وطن بسیار ارزان تمام می‌شد. وضعیت آب شهری افتضاح بود. آب گلالود و زرد رنگ بود که فقط از آن برای شستشو استفاده می‌شد. در تمام مدت که در باکو بودند آب نخوردند و فقط چای و آبجو مصرف شد. یکی از میزبانها به نام سید آقا که عضو آکادمی علوم بود دکتر را به آنجا برد و بسیار از اوضاع آنجا شرح داد. دکتر پرسید: سید آقا، در مدت 70 سال حکومت کمونیست‌ها برای آذربایجان چه کردند؟ تقریباً هیچ. فقط به مردم نان و عرق دادند و مسکنی که در حقیقت لانه‌های زنبور است و 4 و گاهی 5 نفر در آن زندگی می‌کردند. این خانه‌ای که من دارم و استاد دانشگاه هستم 50 متری است که من و همسرم و 2 فرزندم در آن 30 سال زندگی کردیم. الان بچه‌ها نیستند. یکی به مسکو و دیگری به آلمان رفتند. آب چرا گلالود است؟ آب در شبانه روز تغییر می کند. گاهی صاف می شود، ما حمام می کنیم و مقداری برای خوردن ذخیره می کنیم و بیشتر اوقات گلالود است. گاهی همین آب هم قطع می شود. سید آقا، همه اینطور زندگی می کردند؟ منظورم... متوجه منظورت شدم دکتر. نه خیر،
رهبران حزب به هیچ وجه چنین زندگی نداشتند. آنها در بهترین نقاط خوش آب و هوا و در ویلاهای بزرگ اشرافی زندگی می‌کردند و هنوز می‌کنند. بچه‌های آنها در بهترین شهرهای دنیا در انگلیس و آمریکا هستند. بهترین امکانات و سرمایه‌ها را رهبران حزب تراز نوین کارگری در اختیار دارند. هیچ کس هم جرأت اعتراض نداشت. در تمام این مدت 70 سال هر کس کوچکترین صدایی کرد، فوری به اردوگاه کار اجباری روانه شد و دیگر اثری از او دیده نشد. به هر حال رژیم سوسیالیستی بزرگترین زرادخانه سلاح جهانی را از انواع هسته‌ای و غیر هسته‌ای فراهم کرد و در مقابل غرب قدرت نمایی نمود و اقمار زیادی در دنیا داشت. امروز اقمار همه جدا شدند و اغلب راه رشد تجارت آزاد را در پیش گرفتند. دیدی که با آن همه سلاح و قدرت در نهایت در مقابل اقتصاد آزاد جهانی از هم پاشید. در طول این مدت چقدر نیروی کار را به هدر داد. تشویق مردم به کار بیشتر نه برای رفاه بیشتر آنان بود. آنها را با بخور و نمیری برای مبارزه با امپریالیسم جنایتکار تشویق می‌کردند که در نهایت سود به جیب رهبران ریخته می‌شد. 1 سال نه 6 ماه قبل اگر کسی این حرفا را میزد کارش با کاگه بود. سید آقا، اینها که میگویی چقدر شبیه نظام حکومتی ماست. رهبران ما هم از صبح تا شب در بوق مرگ بر آمریکا، مرگ بر این و آن میدمند و با همه دنیا در جنگ هستند. الان 15 سال از زمان انقلاب میگذرد. هیچ یک از وعده‌ها عملی نشد. نیروهای سیاسی تار و مار شدند. اقتصاد ضعیف و ناتوان است. بودجه زیادی صرف تبلیغات مذهبی میشود، در حالی که میدانم دکتر جان، همه را میدانم. تمام رژیم‌های تمامیت‌خواه به این گونه اند. فرقی نمی‌کند چه مذهبی باشد چه کمونیستی، هر دو ایدئولوژیکند. عاقبت همه آنها هم فروپاشی است. چه بهتر که فروپاشی بدون انقلاب و خونریزی رخ دهد، مثل آنچه در کشور شوراها به وقوع پیوست. سید آقا، صدها نفر از بهترین جوانان ما در آرزوی رسیدن به مدینه فاضله کمونیسم در قالب احزاب کارگری یا سازمان‌های مبارزه چریکی جان خود را از دست دادند. برای آنها رسیدن به جایگاه کشور دوست و برادر شوراها بزرگترین آرزو بود. چرا زودتر احوال این بی‌عدالتی‌ها را به گوش احزاب برادر نرساندید؟ چرا؟ سید آقا ساکت بود و به چهره اسفندیار خیره شد. به قسمت کتابخانه آکادمی رسیدند. دکتر نگاهی به لیست کتاب‌های فارسی انداخت و از سید آقا خواست کتابی را از مخزن امانت بگیرد. کتاب حجم کمی داشت، پس تصمیم گرفت از روی آن فتوکپی کند. به زیر زمین رفتند. بسیار تاریک بود. یک دستگاه کپی قدیمی از نوع هندلی که با دست میچرخاندند و ورقها را نسخه برداری میکرد در گوشه ای بود. مسئول آن به زحمت آن را راه انداخت و کپی گرفت. دکتر یاد دستگاه فتوکپی نوع بیمارستان که ژاپنی بود افتاد که در ساعت 500 برگ کپی میکرد. سید آقا عینک خود را روی چشم گذاشت و نگاهی به کتاب کوچک که حدود 20 صفحه داشت انداخت. داخل پرانتز پروین دختر ساسان. از آکادمی بیرون آمدند و به خانه سید آقا رفتند. راحت باش دکتر جان، کسی اینجا نیست. بعد از گنجه یک شیشه شراب قرمز با 2 لیوان بیرون آورد و روی میز گذاشت و لیوانها را پر کرد. یک جعبه فلزی حلوا آورد و با چاقو چند تکه از آن برید و گفت: بخور دکتر جان، نوش، بخور به سلامتی خودت، خانواده و وطن. راستی جالبه به تو بگویم که روی همین صندلی که نشستی رهبر چریک‌های خلق نشسته بود. او اینجا چه کار میکرد؟ بعد از اینکه از وطن فرار کرد به اینجا آمد. 2-3 روزی مهمان من بود. بعد از اینجا رفت. شرابت را بخور دکتر جان، ول کن. به قول شاعر شما: حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را. روزهای بعد به گردش در سطح شهر پرداختند و از اماکن تاریخی و فرهنگی دیدن کردند. از جمله آرامگاه خواننده معروف بهبودوف. دکتر از سید آقا سوال کرد: به نظر شما حال که آذربایجان مستقل شده به کدام سمت حرکت می کند؟ وضعیت مردم و مملکت چه خواهد شد؟ مهمترین مسئله به نظر من آزادی است. 70 سال خفقان و ترس از شکنجه و تبعید همیشه مثل یک سایه شوم بر سر مردم سایه افکنده بود. اینک زمان نفس کشیدن است، در فضای آزاد بدون ترس. اظهار عقیده کردن و وجود روزنامه‌های مستقل در درجه اول ضروری است. آذربایجان باید به سوی مدرنیته گام بردارد. جوانان خواهان آزادی، عشق، موسیقی و اینترنت هستند. می‌خواهند زندگی کنند و شاد باشند. تمام اقشار جامعه باید حق از دست داده را مطالبه کنند.
خصوصاً کارگران که سالها به نام آنها تمام ثروت مملکت را صرف تولید سلاح کردند یا به غارت بردند. چند روز بعد دکتر با خانواده به وطن بازگشت و در بیمارستان شهر مرزی مشغول کار شد. باز شدن مرز حجم کاری را زیادتر کرد. مرتب از آن طرف مهمان می آمد و گاهی به بیمارستان مراجعه می کردند. 3. مرد جوان تنومندی وارد اتاق دکتر در مطب شد. سلام آقای دکتر. سلام جانم، بفرمایید. مرد روی صندلی کنار دکتر نشست. کمی مضطرب به نظر می رسید. دکتر با اشاره سر گفت که حرف بزند. آقای دکتر، ببخشید. چند روز است که سوزش هنگام ادرار دارم. فقط سوزش دارید؟ درد در پهلوها و اینا ندارید؟ خیر جناب دکتر، تب هم می کنم. گاهی خیلی داغ می شوم. بفرمایید روی تخت دراز بکشید. شلوار را پایین بکشید. ابتدا بنشینید. درست. با مشت آهسته به پهلوهایش کوبید. درد ندارید؟ بسیار خوب. دراز بکشید. شورت را پایین بیارید. مرد با خجالت شورتش را پایین کشید. دکتر دستکش پوشید زیر شکم و سپس آلت تناسلی او را با نور چراغ معاینه کرد. در آخر نوک آلت را فشرد که ترشح چرکی سفید خارج شد. از آن نمونه برداشت و گفت بپوشد و از تخت پایین بیاید. دستکش را خارج کرد. دستش را شست و پشت میز نشست. نزدیکی داشتی؟ جایی رفتی؟ با کسی هم بستر شدی؟ بله آقای دکتر، آن طرف مرز رفته بودم. بسیار خوب، این نمونه را به آزمایشگاه ببر و بعد این نسخه را اجرا کن. مایعات زیاد بخور. 3 یا 4 روز بعد ببینمت. آن روز 2 بیمار دیگر با عفونت مجرا و تب مراجعه کردند و همه به آنور مرز رفته بودند. همه آنها برای خوشگذرانی و عیاشی رفته بودند. تعریف می‌کردند به میخانه رفته و با خانم‌های پشت بار دوست شده رابطه برقرار کردند. جمعیت زیادی هر روز از گذرگاه مرزی عبور می‌کردند. اتوبوس مسافران آذری هر روز در خیابان‌های شهر مشاهده می‌شد. اینها اجناس زیادی با خود برای فروش می‌آوردند. هر جا که مقدور بود می‌خوابیدند یا می‌رفتند. دیگر شهر وضعیت سابق را نداشت. شلوغ شده بود. در کنار دریا بازار بزرگی از اجناس روسی تشکیل شده بود. از همه شهرهای کشور برای خرید و گردش به اینجا می‌آمدند. انواع وسایل باغبانی، آشپزی، مهندسی و حتی پزشکی در بازار دیده می‌شد. چند روز بعد از بازگشت از کشور همسایه، آقای دوامی برای دیدار دکتر به بیمارستان آمد. سلام دکتر، چه خبر؟ خوش گذشت؟ سلام جناب دوامی. هی، بد نبود. تجربه ای بود. شما چه خبر؟ خانم خوبند؟ مشکلی ندارند؟ تشکر از جناب عالی. خوبند، مشکلی نیست. خیلی مسافران را از 2 طرف ملاحظه می‌فرمایید؟ بله، چه خبره؟ چیز عجیب اینه که هر چه بخواهید برای فروش به این طرف آوردند. امروز دست یک بچه یک میکروسکوپ بزرگ آزمایشگاه دیدم که برای فروش آورده بود. درسته دکتر عزیز، اوضاع غریبی است. حساب و کتابی وجود ندارد. همین بچه یقینا این دستگاه را از بیمارستان دزدیده است. از این طرف جوانان به علت کمبودهایی که دارند به آن طرف می روند و با بیماری مقاربتی برمیگردند. دیروز تو مطب 3 مورد سوزاک دیدم، چیزی که در تمام دوره دانشجویی و طبابت 2 مورد دیده بودم. رئیس اطلاعات گفت برای همین در اسلام تاکید می شود که جوانان زودتر ازدواج کنند. دکتر بعد از پاسخ به یک تماس تلفنی برگشت. روی یک کاناپه درست روبروی او نشست و در حالی که مستقیم در چشمان او خیره شده بود گفت جناب دوامی، شما که اطلاعاتی هستید و بهتر می‌دانید جوانی که بیکار است و درآمدی ندارد نمی‌تواند ازدواج کند. الان وام برای ازدواج می‌دهند جناب دکتر. دکتر تبسمی به حالت تمسخر کرد و گفت دیگه بدتر شد آقا. من در شگفتم این برنامه ریزی را چه کسی انجام می‌دهد و این نسخه را کی برای جامعه می‌پیچد؟ فکر کنید جوانی که بیکار است بخواد وام بگیرد و ازدواج کند، مخارج زندگی را از کجا تأمین کند؟ وام را چطور بپردازد؟ گیرم بچه‌دار هم شد، دیگه مصیبت دوچندان می‌شود. وقتی چنین آدمی دچار فقر و فلاکت و بیکاری باشد، خیلی راحت به کارهای ناصواب مثل قاچاق و دزدی رو می‌آورد، تازه اگر معتاد نشود و هزار گرفتاری و جنایت دیگه. وام ازدواج. دکتر یک جرعه از آبی که در لیوان بود نوشید و سپس ادامه داد. اگر واقعا راست میگید کار تولید کنید. بیکاری مادر امراض است. کسی که سر کار برود خود میتواند وام بگیرد و برنامه ریزی کند. حق با شماست دکتر عزیز، کاملا صحیح میفرمایید. با شما موافقم. ما مدیر کارآفرین نداریم. وقتی بیکاری افزایش یابد فساد میآفریند.
نکته دیگری که دوست دارم توجه فرمایید این است که همه ساله تعداد زیادی از جوانها و سایر افراد جامعه به علت مصرف مشروب تقلبی میمیرند. مسئول اطلاعات لبخند زد و دکتر حرفش را یک لحظه قطع کرد. اگر دوست ندارید در این باره صحبت نکنیم. نه ادامه بدید لطفاً. از نظر من جالب است. چه بخواهید چه نخواهید درصدی از افراد جامعه مشروب می‌خورند. درست یا غلط ادعی به آن نیاز دارند. شما نمی‌توانید جلوی آن را بگیرید به این بهانه که برای سلامتی مضر است. ولی حقیقتاً مضر است. نیست دکتر؟ بله، ولی سیگار هم مضر است. شاید بیشتر از مشروب به سلامتی لطمه میزند، اما کسی سیگاری ها را نمیگیرد و شلاق نمیزند. میزند؟ بلکه کارخانجات دخانیات در سال میلیون ها نخ سیگار تولید میکنند. دکتر عزیز، شما دارید یک بحث منطقی میکنید. من کاملا متوجهم. شاید از نظر علمی هم حق با شما باشد. من روحانی نیستم، نماینده قانونم. این که چرا مصرف مشروب منع شده مربوط به قانون شرع است و می‌دانید که مملکت فعلا بر اساس شرع اداره می‌شود. اگر این بحث برای شما مشکلی ایجاد می‌کند همینجا قطع کنیم. شاید شما معذوریت‌هایی دارید. اصلا اینطور نیست دکتر، خاطرتان جمع باشد. من از نظرات شما که صادقانه با من در میان گذاشتید استقبال می‌کنم. پس اجازه بدید تمامش کنم. خلاصه یه حرفم این است که برای جلوگیری از مرگ صدها مورد به خاطر مصرف مشروب تقلبی یا غیر استاندارد جامعه باید اجازه دهد یا در داخل مشروب با کیفیت سالم تولید یا از خارج وارد شود، اما می توانید برای رعایت شؤونات مذهبی مثل بسیاری از کشورهای اسلامی از مصرف آن در بیرون از منزل جلوگیری کنید. رئیس اطلاعات بلند شد، با دکتر دست داد و گفت باز برای شنیدن مطالب و نظراتش خواهد آمد. پس از رفتن دوامی دکتر تنها در اتاق قدم زد و فکر کرد شاید گفتن هر موضوعی به مسئول اطلاعات رژیم صلاح نباشد. در عین حال گاهی بیان حقایق را اجتناب ناپذیر می‌دید. صدای چند ضربه به در رشته افکار او را برید. یکی از خدمات وارد شد و گفت چند نفر از پرسنل با وی کار دارند. دکتر اجازه داد وارد شوند. 2 زن و 3 مرد وارد اتاق شدند و سلام دادند. دکتر آنها را دعوت کرد بنشینند و به خدمات دستور چای داد. بفرمایید، چه امری دارید؟ در خدمت هستم. مردی که از همه مسن‌تر و مسئول بایگانی بیمارستان بود گفت آقای دکتر، ما هم مثل شما مایلیم به آن سوی مرز مسافرت کنیم. بنده خواهرم را بیش از 40 سال است ندیدم. مردی که دقایقی پیش در اتاق شما بود همه کاری دادن مجوز برای گذرنامه مرزی است. می‌خواستیم از شما خواهش کنیم که با او صحبت کنید، به ما روادید بدهند. دکتر با تعجب به آنها نگاه کرد و اشاره کرد چای میل نمایند. دوستان، من فکر نمی‌کنم برای دریافت روادید مرزی نیاز به پارتی باشد. مدارکی لازم است ارائه دهید مثل همه. ولی جناب دکتر صلاحیت ما را رد کردند. به چه دلیل؟ آیا سوابق سوء داشتید یا مجرم بودید؟ نه قربان، خلافی نداشتیم. دکتر گوشی تلفن را برداشت و شماره دوامی را گرفت. الو، سلام عرض می‌کنم. سلام، امر بفرمایید جناب دکتر. آقای دوامی، تعدادی از کارمندان ما گله دارند که به آنها روادید گذر از مرز نداده اند. دکتر عزیز، اسامی آنها را بفرمایید، یادداشت می‌کنم. تا فردا نتیجه را خدمت شما عرض می‌کنم. دکتر اسامی را برای او خواند و با تشکر خداحافظی کرد. شما بفرمایید سر کارتون، تا فردا معلوم می شود. پرسنل تشکر کردند و رفتند. 4. حمله به خوابگاه دانشجویان که به طرز وحشیانه‌ای صورت گرفت، بازتاب داخلی و خارجی رسانه‌ها را به همراه داشت. بسیاری از شخصیت‌های سیاسی، ادبی و هنری جهان این حرکت ضد بشری را محکوم کردند. در مجلس بعضی نمایندگان اعتراض کردند. نمایندگان احزاب باقی مانده به رئیس دولت نامه نوشتند. رئیس جمهور خود نسبت به این رویداد واکنش نشان داد و خواستار محاکمه عاملان آن شد. خلاصه رژیم تن به یک دادگاه نمایشی داد و فرماندهی نظامی را تبرئه نمود و تعداد کمی را به جزای نقدی و حبس کوتاه مدت محکوم کرد. آقای راد در جلسه شبانه: دوستان خوبم، امشب می‌خواهم پرده از بزهکاری دیگر از رژیم ضد مردمی بردارم. عوارض این بزهکاری بسیار طولانی مدت، ویرانگر و خانمانسوز است، اما ظاهراً به چشم نمی آید. سالها قبل در اواخر نظام سلطنتی شاه تصمیم به ساخت نیروگاه اتمی در بوشهر گرفت. مسئول و همه‌کاری این پروژه وزیر آن زمان بود که قرار شد به کمک شرکت زیمنس آلمان ساخته شود.
با شروع انقلاب این پروژه عملی نشد. وزیر مربوطه را به دلیل اینکه چنین طرح خائنانه‌ای در سر پرورده و ما نیاز به انرژی هسته‌ای نداریم، زیرا منابع انرژی زیاد مثل نفت، گاز و زغالسنگ در مملکت هست، دستگیر و اعدام کردند. چند سال بعد از انقلاب، انقلابیون به این نتیجه رسیدند که انرژی هسته‌ای از نان شب هم واجب‌تر است. قراردادی با روسیه برای احداث نیروگاه در بوشهر امضا کردند. ترجیح دادند همان پروژه شاه را با تکنولوژی عقب مانده روسی به بهای گزاف به ثمر برسانند که البته اکنون مدت چندین سال است که مشغولند. خدا می‌داند شاید روزی مثل نیروگاه چرنوبیل بر سر ملت خراب شود یا نه. چه کسی تضمین می‌کند؟ از این گذشته معلوم نیست که این طرح به پایان می‌رسد. با چه مبلغی شکم روسیه سیر می شود. حال اینکه بی جهت وزیر بیچاره شاه را دقیقاً به همین علت، یعنی ساختن نیروگاه، اعدام کردند. مهم نیست، این مسئله را می توان با یک عذرخواهی ساده از وزیر در آن دنیا حل کرد. کتایون: تا اینجای داستان به نظر نمی رسد زیان چندانی به مردم برسد، اینطور نیست؟ پروین: چرا دخترم؟ به دلایل زیادی مقرون به صرفه نیست. اول، این پروژه سالها طول کشیده و معلوم نیست تا آخر چه بهایی در قبال آن بپردازیم. تا همکنون چند میلیارد دلاری پرداخت کردیم. دوم، چرا با کشور اروپایی که قرار بود به دست بگیرد وارد مذاکره نشدیم که مدرن و بروز بود. سوم، پای روسیه را به آبهای گرم جنوب کشاندیم که از آرزوهای دیرینه آنها بود. راد: درسته، تازه باید منتظر نتیجه ماند، اما دوستان، این بخش ظاهری و علنی فعالیت هسته‌ای کشور ماست. ما در طول یک دهه به طور مخفیانه در صدد تولید اورانیوم غنی شده بوده ایم و سعی کردیم این کار را دور از چشم آژانس بین‌المللی هسته‌ای پیش ببریم، غافل از این که در دنیای پیشرفته امروز هیچ حرکتی از چشم کارشناسان و سرویس‌های امنیتی دنیا پنهان نمی‌ماند. کتایون: هدفشون چیه؟ پروین: معلومه دختر، در فکر ساخت بمب اتمی هستند. کتایون: که چه بشه؟ چه دردشون میخوره؟ پروین: میخوان نظام را بیمه کنند. میگند پاکستان، هندوستان، اسرائیل و ابرقدرت‌ها دارند، چرا ما نداشته باشیم؟ راد: البته به صراحت نمیگن میخوان بمب درست کنند، بلکه میگن برای مصارف علمی و فنی و پزشکی به اورانیوم غنی شده نیازمندند. پروین: کسی نیست بگوید این مقدار برای موارد فنی را دنیا به شما خواهد داد، البته نه رایگان. در ثانی، چرا فعالیت مخفی میکنید؟ میلیاردها دلار هزینه تا الان کجا را گرفتید؟ فقط شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست را سر میدهند. راد: چند جایگاه نگهداری سانتریفوژها برای فعالیت هسته‌ای کشف شده است و تمام دنیا از این کارهای مخفیشان پرده برداشتند. باز خجالت نمی‌کشند. آخه کسی که کار درست با نیت خوب انجام می‌دهد که باید شفاف عمل کند، نه در خفا. حال کشورهای جهان در صدد قانونمند کردن این حضرات هستند. اتفاقا این بخش از فعالیت هسته‌ای بیشترین هزینه را برای مردم دارد، چون همه وسایل را باید قاچاقی بخرند بدون استاندارد و نظارت کارشناسی که خطرناک هم هست. مهمان: بعضی میگویند این همه فشار به رژیم ملایان از سوی جامعه جهانی منطقی نیست. استدلالشان این است که خیلی از کشورها سلاح هسته‌ای دارند. چه مانع دارد که ما هم سلاح هسته‌ای داشته باشیم؟ به عبارتی داشتن بمب اتمی را حق خود می‌دانند. کتایون: درسته، واقعاً چه پاسخ روشنی برای این استدلال هست؟ مهمان: راستش سازمان‌های بین‌المللی و ناتو و بسیاری از کشورهای جهانی وجود سلاح اتمی در دست حکومت اسلامی را خطرناک می‌دانند. حکومتی که علنا با دنیا اعلان جنگ داده و بعضی کشورهای عضو سازمان ملل متحد را تهدید به نابودی می‌کند، در منطقه آشوب می‌کند، از نظر آنها نباید دارای سلاح اتمی شود. این به معنی دادن شمشیر به دست زنگی مست است. راد: همینطور است. ما سلاح اتمی می‌خواهیم چه کار؟ به کجا می‌خواهیم شلیک کنیم؟ اگر برای بازدارندگی از حمله دشمنان است، بمب هسته‌ای هیچ امنیتی نه برای کشور و نه برای این نظام همراه ندارد. پروین: اصولاً باید دید ما چرا دشمن داریم. دشمنان ما چه کسانی هستند؟ آیا اگر بخواهیم با همه کشورهای دنیا تعامل داشته باشیم و بی جهت شعارهای مرگ بر این و آن ندهیم، به جای صرف این همه هزینه برای تسلیحات حتی غیر اتمی، آن را برای آسایش آبادانی مملکت که 8 سال درگیر جنگ لعنتی بود کنیم، دشمنی خواهیم داشت؟ مهمان: اگر دشمنی نباشد، تکلیف نظام چه خواهد شد؟ پروین: دقیقاً.
راست میگویند که نظام با وجود دشمن زنده است. در غیر این صورت باید درآمد حاصل از فروش ذخایر ارزی را برای ملت هزینه کنند. پس بدون دشمن وجودشان بی‌معنی خواهد بود، چون باید به تمام نیازهای مردم پاسخ دهند. مهمان: کاملا درست است. اینها به جنگ، بحران و درگیری برای بقای خود نیاز دارند. ترجیح می‌دهند برای حزب الله لبنان هزینه کنند، نه برای مردم این سرزمین. راد: در حقیقت این آقایون پایبند سرزمین نیستند. از نظرشان سرزمین چه معنی دارد؟ اینان قائل به جامعه جهانی شیعیان هستند. در این میان کشور بزرگ و تاریخی ما را غنیمت گرفتند. کتایون: چرا پول این مملکت را در جاهای دیگر هزینه می‌کنند؟ تو مملکت ما بچه‌هایی هستند که تو چپر درس می‌خوانند، مدرسه ندارند، جاهایی هست که آب خوردن ندارند. ما مناطق محروم زیاد داریم. آیا از این ملت اجازه می‌پرسند پول آنها را در جاهای دیگر خرج می‌کنند؟ پروین: دخترم، مگه نگفت این رهبران چیزی به نام ملت، میهن و وطن نمی‌شناسند و برایشان اهمیت ندارد، مهم هدفشان است. کتایون: هدفشون چیه؟ همه چیزو به باد فنا بدند؟ راد: ببین دخترم عزیزم، همانطور که گفته شد هدف آنها پیشرفت ایدئولوژیست، نه کشور. در این راه هر کاری انجام میدهند، دست به هر جنایتی میزنند، آدم میکشند، تجاوز میکنند و نقطه‌چین. چه کسی میداند در زندانهای ما چه میگذرد، چه بلایی بر سر زندانیان میآورند؟ من نگران زندانیان زن هستم که چه میکشند از دست این جانیان. پروین: به گزارشگر حقوق بشر هم که اجازه ورود به کشور نمیدهند. مهمان: خلاصه اینها پایبند هیچ یک از حقوق انسانی و بین المللی نیستند. 5. مدتها بود که از کمال خبری نداشت. تصمیم داشت زنگی بزند و احوال بپرسد. هنوز دستش به طرف تلفن نرفته بود که زنگ خورد. الو سلام دکتر، دوامی هستم. سلام، حال شما چه خبر؟ در مورد لیستی که داده بودین خواستم عرض کنم همه آن 5 نفر مشکل دارن و قاعدتا نباید از مرز خارج شوند. اما چی؟ چرا قطع کردید؟ دکتر عزیز، شما برای من بسیار اهمیت دارید. اخلاق، علم و کار شما ارزشمند است. من همه جا از شما تعریف می کنم. تنها به یک شرط حاضرم به این 5 نفر روادید بدهم. چه شرطی؟ شما آنها را ضمانت کنید، نه کتبی، شفاهن. دکتر لحظاتی به فکر فرو رفت. چه باید بکند؟ به خاطر کارمندان زیر دین رئیس اطلاعات می رفت. از طرفی دلش می خواست آنها هم مثل دیگران از مزیت گذر از مرز بهره ببرند. مردد بود. دکتر چه کنم؟ منتظرم. زیاد سخت نگیر. با یک کلمه شما همه چیز درسته. حرفت برای من حجت است. هر کی را سفارش کنی من در خدمتم. باشه، قبوله. بفرمایید فردا صبح برای گرفتن روادید مراجعه کنند. خلاصه موفق شد شماره کمال را بگیرد. خانمی جواب داد: بله، بفرمایید. من دکتر اسفندیار هستم، دوست آقا کمال. میتونم با ایشان صحبت کنم؟ من همسرشان هستم، کمال نیست. حدود 2 هفته است که بازداشت شده. یک بار در این مدت زنگ زده. من موفق به دیدنش نشدم. بسیار متاسفم خانم. خواهش میکنم اگر خبر تازه‌ای از او داشتید به من اطلاع دهید. شاید صلاح نباشد من زنگ بزنم. در ضمن چنانچه کمکی از من خواسته باشید آماده‌ام. زن تشکر کرد و مکالمه قطع شد. بعد از این تماس کوتاه دکتر شدیداً نگران احوال کمال شد. کمال تازه عمل جراحی شکم شده و شیمی درمانی گردیده بود. لاغر و ضعیف بود. مسلماً با این شرایط در زندان به او سخت می‌گذشت. اما چرا گرفتار شده بود؟ تا آنجا که می‌دانست عضو هیچ حزب، دسته یا گروهی نبود. اهل مطالعه بود. اطلاعات ارزنده‌ای داشت. به همه و به خصوص یاران گرفتار و خانواده زندانیان سیاسی کمک می‌کرد. چقدر صمیمی و باصفا بود. دلش برای او تنگ شده بود. منیژه متوجه شد که دکتر بعد از تماس تلفنی در فکر و ناراحت است. اسفند، چه شده؟ خبریه؟ برای آقا کمال مشکلی پیش اومده؟ آره عزیزم، بازداشت شده. چرا اسفند؟ مگه کاری کرده بود؟ کسی نمیدونه چرا، حتی خانمش هم نمیدونه. البته آدم فعالی بود و به خانواده‌های زندانیان سیاسی کمک میکرد. حرف میزد، بحث میکرد و گاهی اعتراض. در هر حال تو دانشگاه و اداره آدم شناخته شده ای بود. از پیش از انقلاب تا الان رنگ عوض نکرده بود. من بیشتر از این جهت نگرانم که چون جراحی کرده دچار ضرب و شتم می‌شود. در هر صورت از ارتباط او با دیگران خبر دارند. احتمالاً شاید عکس یا فیلمی از ما گرفته باشند. مهم نیست، باید منتظر حوادث بعدی بود. مسئول اطلاعات در موقع تحویل گذرنامه مرزی به چند تن از کارمندان بیمارستان به آنها گفت:
شما به ضمانت رئیس بیمارستان روادید گرفتید. مراقب باشید آن طرف مرز خطایی از شما سر نزند. به سلامت. چشم قربان، اطاعت می شود. تصمیم گرفتند در اولین فرصت از دکتر تشکر کنند. بار دومی که دکتر با خانواده به سفر خارج از مرز رفت، دیگر از تندیس بزرگ رهبر انقلاب اکتبر خبری نبود. سایر تندیس‌های مربوط به رهبران کشور شوراها هم به انبارها کوچ کرده بودند. دیگر هیچ کدام مقدس نبودند و هر کس هرچی می‌خواست درباره آنها می‌گفت. هنوز تغییرات اساسی در سطح شهر دیده نمی‌شد. سید آقا گفت: تاریخ مصرف این تندیس‌ها تمام شد، ولی تندیس شاعران و هنرمندان نه. آنها تاریخ مصرف ندارند و برای همیشه تاریخ هستند. مثلا فردوسی اگر 100 حکومت هم عوض شود تندیس او هست. سفر دوم با ادامه گردش در سطح شهر و نقاط دیدنی، پذیرایی و دعوت سید آقا از خانواده دکتر به بزرگترین رستوران باشکوه شهر برای صرف شام و مشروب و دیدن انواع رقص‌های زنان و مردان هنرمند گذشت. خریدهایی هم کردند. منیژه لباسهایی برای خانواده خود و پروین و کتایون خرید. سرانجام بعد از چند روز سیاحت به مرز و شهر سکونت خود برگشتند. منیژه گفت: اسفند، در اولین فرصت باید نزد خانواده‌مان برویم و هدایای آنها را تحویل دهیم. باشه عزیزم، کمی صبر کن تا من به کار بیمارستان برسم. خودم دوست دارم مادر و خواهرم را ببینم. اوضاع بیمارستان خوب بود. مدیر گفت در روزهایی که دکتر در مرخصی بود چند بیمار اورژانس به مرکز اعزام شدند. ضمناً گفت پیشنهادی دارد. هر دو به اتاق ریاست رفتند، نشستند، چای خوردند. بعضی سندها را آوردند، دکتر امضا کرد. سپس دکتر پاره‌ای تذکرات بهداشتی و درمانی را به او داد و سفارش کرد از بیمارانی که از آن طرف مرز مراجعه کرده‌اند چون مهمان هستند هزینه دریافت نکنند. بعد پرسید: جناب معاون، چه پیشنهادی دارید؟ موضوع چیست؟ جناب دکتر، هنوز این مطلب را جایی مطرح نکردم. فقط ایامی که شما در سفر بودید در این باره فکر کردم اگر بشود ظهرها به همه پرسنل اداری، درمانی و خدمات یک وعده غذایی کامل بدیم. ما آشپزهای خوبی داریم و غذاهای متنوع و عالی میپزند. در ضمن آنها را هم تشویق کنیم. آقای مدیر، میدانید چه میگویید؟ میدانید اگر بخواهیم به همه ناهار بدهیم چقدر هزینه میشود؟ آیا در سطح استان هیچ بیمارستانی به غیر از پرسنل کشیک به کارمند دیگری ناهار میدهد؟ عرض میکنم قربان، من همه چیز را محاسبه کردم. با حسابدار خصوصی حرف زدم. او گفت نیاز به درخواست بودجه از مرکز نیست. با اندکی صرفه‌جویی میتواند هزینه آن را تأمین کند و این طرح اجرا شود. ضمناً در پاسخ شما عرض کنم تاکنون هیچ یک از بیمارستان‌های استان ناهار نمیدهند و ما اولین واحد خواهیم بود. بله، ما اولین خواهیم بود، ولی فکر کردی که به دنبال این کار صدای همه بیمارستان‌ها در خواهد آمد؟ در بیاید قربان، ما بودجه اضافی برای این کار نخواستیم. اگر توانستند آنها هم بکنند. ما خیلی کارهای عمرانی با حداقل هزینه انجام دادیم. این همت شما بود. تمام استان می‌داند. دکتر به فکر فرو رفت و سکوت کرد. بسیار خوب، جناب مدیر، اجازه دهید بررسی کنم. حتما جناب رئیس، شما بررسی فرمایید. گرگ ها، امیرسامان گیلانی. راوی نسیم. تولید و پخش فایل صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com 6. یک هفته بعد دکتر چند روزی را مرخصی گرفت و به اتفاق منیژه و دختر کوچولو به طرف جنوب مرکز استان راهی شدند. این مسافرت 3 ساعته در مسیر ساحلی و جنگلی بسیار فرح بخش بود. دکتر یاد اولین روزی افتاد که این مسیر را به سمت شهر مرزی آمده بود. توی راه منیژه سوال کرد: اسفند، از کمال خبر نداری؟ خانمش تماس نگرفت؟ متاسفانه خیر، نگرانشم، نمیدونم چه کار می شود کرد. اسفند، نمی توانی از دوست اطلاعاتی خود کمکی بگیری ببینی کجاست، وضعش چطور است؟ منیژه، چند بار به این فکر کردم. راستش می ترسم تمام شرح حال ما رو در بیاره و همه چیز براش روشه. تو فکر می کنی تا الان در نیاورده و تو رو دقیقاً نشناخته؟ از این گذشته، اسفند، مگر تو در تاریخچه زندگی چی داری یا چی کردی که جرم باشه؟ افراد مثل تو هزاران هستند که با سیاست‌های رژیم موافق نیستند و سرشان تو کار خودشونه. درست میگی منیژه، اما مگر کمال کاری کرده بود؟ نمیدونم، شاید وقتی برگشتیم از دوامی بپرسم کجاست و چه بلایی سرش اومده باشه. مهم نیست.
نزدیک ظهر رسیدند. آقای راد در بزرگ خانه را باز کرد. دکتر ماشین سواری را به داخل حیاط هدایت و خاموش کرد. دیدارها تازه شد. شقایق تو بغل مادر بزرگ پرید. آه عزیزم، تو کجا بودی دخترکم، نازنینم؟ دکتر آقای راد را در آغوش گرفت و منیژه به آغوش کتایون رفت و خلاصه بعد از چاق سلامتی های معمول همه از پله ها بالا رفتند و توی حال که مشرف به حیاط و باغ بود دور میز غذاخوری نشستند. کتایون چای و شیرینی آورد و مشغول شدند. دکتر کنار پروین نشسته بود. یک لحظه برگشت و به هم نگاه کردند. دستش را دور گردن مادر حلقه کرد و او را بوسید. دلم برات تنگ شده مادر جان، فدای تو بشم. من هم همینطور عزیزم، ای کاش اینجا کار میکردی. در فکر انتقال هستم مادر، البته نه به این زودی ها. منیژه رو به پروین کرد و گفت مادر جان چه خانه بزرگ و زیبایی دارید، چه باغ دلگشایی، با درختان زیبا، حوض با ماهی‌های خوشرنگ، مبارک باشد. خونه آقای راد است عزیزم، سالها زحمت کشیده و عمری کار کرده، ما هم اینجا مهمانیم. آقای راد به سوی پروین برگشت و با حالت دلخوری گفت پروین خانم، دست شما درد نکند. شما صاحب این خانه هستید. همه چیز من به شما تعلق داره. شما عروس این منزل هستی. من به زودی خانه را به اسم شما به ثبت میرسانم عزیزم. همه یک دفعه برای راد کف زدند. زنده باد، زنده باد. پروین سرخ شد و سرش را انداخت پایین و گفت آقای راد، بارها گفتم شما مرد بسیار خوبی هستید، به من لطف زیادی دارید، اما شما یک فرزند دارید، فراموش نکنید، همه به او تعلق دارد، این خانه و هر چه دارید. اینطور نیست عزیزم، من اکنون در حضور همه میگم، برای تنها فرزندم سهمیه گذاشتم و به او هم گفتم و میداند که قصد من چیست. قصد من این است که تنها دارایی باقی مانده‌ام به عشقم یعنی پروین برسد و این کار را خواهم کرد. زنده باد، درود بر شما. همه از جا بلند شدند و فریاد زدند. بعد از این صحبت آقای راد بلند شد، با همه دست داد و همه را بوسید و گفت پروین عزیزم به ما نهار نمیدی؟ پروین، کتایون و منیژه به آشپزخانه رفتند. آقای راد یک شیشه شراب آورد، روی میز گذاشت و بعد 2 عدد شرابخوری از ویترین گوشه سالن برداشت و گفت تو با چی میخوری دکترم؟ من با 1 عدد سیب. عالیه، من هم شراب را با سیب میخورم. سیب سرخ بزرگی را انتخاب کرد، با کارد چند قسمت کرد و جلوی مهمان گذاشت. شراب ریخت و خود پیاله را بلند کرد. به سلامتی دکتر و خانواده. من هم به سلامتی شما و عزیزان میخورم. نوش. چند دقیقه بعد دکتر احساس خوبی داشت. هر دو گرم و شاد بودند. دکتر از خاطرات سفر به آذربایجان و باکو برای راد صحبت کرد. راد هم از اوضاع و شرایط مملکت داد سخن داد. دکتر گفت آقای راد دست شما درد نکند. عجب شراب گیرایی است. 2 پیاله زدیم. واقعا عالیه. دکترم این سفارشی است. یکی از دوستان ارمنی تهیه می‌کند. الحق که محشر است. موقع رفتن یه بطر از این به شما میدم. تشکر عزیزم، صلاح نیست، شاید تو راه بازرسی کنند. همین وقت غذا آماده بود و همه دور میز جمع و مشغول شدند. دکتر رو به پروین کرد و گفت مادر دستت درد نکند، چه غذاهای متنوعی و چقدر زیاد. منیژه گفت از خواهر هم باید تشکر کرد که به مادر کمک نمود. نهار در محیط گرم و صمیمانه ای صرف شد. بعد از نهار دقایقی در حیاط و باغ مجاور گردش کردند. شقایق کنار حوض در حال تماشای ماهی‌های رنگی بود. آقای راد مهمانها را صدا کرد. وقتی به حال برگشتند، آنها را به اتاقشان راهنمایی نمود تا کمی استراحت کنند. جلسه بعد از شام مطابق معمول تشکیل شد. با این تفاوت که افراد جدیدی در این نشست حضور داشتند. راد: امشب می‌خواهیم راجع به دیکتاتورها صحبت کنیم. دکتر شما شروع می‌کنید؟ دکتر: در لغت به معنی دیکته کردن است. امری را به کسی یا جامعه ابلاغ کردن تا طابق النعل بالنعل اجرا شود. اگر کسی تمرد کند، فرمانروا، حاکم، رئیس بزرگ، پیشوا، رهبر، رفیق اعظم، پادشاه، سرور عالم، قبله عالم، رهبر معظم، همان دیکتاتور، ناراحت می‌شوند و آنگاه ممکن است دستور دهند متمرد به دار آویخته یا تیرباران شود یا خود را از بلندی به پایین اندازد یا سم بخورد یا خود را غرق کند یا نقطه چین. راد: خیلی قشنگ تمثیلی تعریف کردید و روش‌های مجازات افراد خاطی را بیان فرمودید. پروین: دیکتاتوری درجاتی دارد.
همه به یک اندازه خشن و ظالم نیستند. شما نمیتوانید جنایات استالین را با خیلی از مستبدان تاریخ مقایسه کنید. کتایون: به نظر من دیکتاتوره. دیکتاتور خوب یا بد نداریم، همه آنها جنایتکار و بیرحم بودند. راد: در هر حال دخترم، همه چیز نسبی است. نمیتوان کسانی را که جنایات بشری و نسل کشی کردند با آنهایی که اشتباهات ضد مردمی و تاکتیکی داشتند بی یک میزان مقصر دانست. منیژه: به نظرم دیکتاتورها از لحاظ اندیشه هم متفاوتند. آیا دیکتاتور فناتیک مذهبی با مستبد مدرن فرقی ندارد؟ شاه دیکتاتور بود، ولی در زمان او آزاد بودی هر لباسی بپوشی، هر فیلمی ببینی، جشن بگیری، برقصی، آواز بخوانی، درس بخوانی، وکیل بشی، وزیر بشی و نقطه چین. اما امروز در عرصه هنر محرومیت‌هایی دارند. حجاب اجباری را باید تحمل کنند. مأمورین حجاب و عفاف چه رفتاری در خیابان‌ها با زنان می‌کنند؟ احکام شلاق و سنگسار و قطع اعضا از جمله رفتارهای ضد بشری قرون وسطایی است. همینطور نوشیدن مشروب و نقطه چین. پروین: اضافه کنم کشتن روشنفکران و دیگر اندیشان، ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای در داخل و خارج کشور که به نظر می‌رسد هنوز ادامه دارد. دکتر: قتل زندانی‌های سیاسی در زندان‌های تمام کشور، کسانی که یک بار بیشتر محاکمه شده و حکم گرفتند و بخشی از محکومیت خود را سپری کرده بودند، بیرحمانه به پای چوبه اعدام رفتند. واقعاً کدام رژیمی در تاریخ دست به چنین جنایتی زد؟ راد: دیکتاتور به هیچ کس و هیچ ارگانی پاسخگو نیست. هر اتفاقی که پیش آید مسئولیتی متوجه او نیست. البته اگر اتفاق میمونی رخ دهد به حساب درایت و تدبیر اوست. در این شکی نیست. در همه کار دخالت می‌کند. در هر رشته‌ای صاحب نظر است. نظامی، فنی، طب، هسته‌ای، محیط زیست و زاد و ولد آدمیان و جانداران و غیره. به خصوص اگر دیکتاتور از نوع الهی باشد که در این صورت به تمام اسرار عالم آگاه است. خوب و بد آدمیان را می‌داند و اصرار عجیبی دارد که همه را به زور حتی با شکنجه به بهشت ببرد. منیژه: یک نویسنده اهل پرو میگوید دیکتاتورها بلایای طبیعی نیستند. آنها با همدستی خود مردم رشد می‌کنند. اتفاقاً قربانیان خود را از میان همان مردمی برمی‌گزینند که آنها را انتخاب کرده اند. پروین: چرا در اکثر ممالک دنیا رژیم‌های دیکتاتوری حاکم نیست؟ اغلب رئیس جمهور دارند که هر چند سال عوض می شود. پارلمان بر اعمال رئیس جمهور نظارت می کند. منیژه: درست است عزیزم، همینطور است. اما در رژیم‌های ایدئولوژیک که پیرو یک مکتب یا آیین هستند، رهبران رژیم سعی می‌کنند در راستای عقاید و باورهای خود عمل کنند. کسانی که به آن ایدئولوژی باور ندارند یا به آن اعتقاد دارند کنار گذاشته می‌شوند و در صورت مزاحمت آنها را حذف می‌کنند. اینها حکومت‌های تمامیت‌خواه هستند. حال این ایدئولوژی هرچی می‌خواهد باشد فرقی نمی‌کند. مثل حکومت کمونیستی که 70 سال دگراندیشان و منتقدان را تبعید، زندانی یا اعدام کرد. در این خصوص دیکتاتور به هیچ کس، حتی به نزدیکترین یاران خود هم رحم نمی کند. نمونه بارز آن استالین یا هیتلر و نقطه چین. ایدئولوژی ممکن است دینی باشد که باز بر همین قاعده است. تمامیت‌ها سرکوبگر و بیرحم است. مجال تنفس به هیچ حزب، دسته و گروهی نمی‌دهد. ادیان و آیین‌های دیگر را در فشار می‌نهد. به مصداق آنچه می‌گویند حزب فقط حزب الله. 7. در اولین روز بعد از مرخصی دکتر به مدیر بیمارستان گفت با طرح پیشنهادی شما موافقم. در صورتی که بار مالی زیادی نداشته باشد اجرا شود. بسیار خوب قربان. از همین فردا اجرا خواهد شد. اوضاع مریضخانه چطور است؟ مشکلی ندارید؟ خیر جناب رئیس، همه چیز منظم و مرتب است. اطلاع دارید که دکتر کومار به زودی می‌رود؟ کجا می‌رود؟ برمیگردد به ولایت خودش، هندوستان. از استان نامه آمده که پایان کار داده شود. می‌دانید که وضعیت بودجه دولت خوب نیست. تقریباً همه پزشکای خارجی را برمیگردانند. چرا با ما مشورت نمی‌کنند؟ رفتن دکتر کومار یعنی من باید 30 شبانه روز، یعنی تمام سال آن کال باشم و تکان نخورم. کاری ندارم او چه کار میکرد، خوب یا بد. 15 روز آزاد بودم. درسته دکتر عزیز، اما سازمان برایش این مهم است که دیگر ماهی $3000 به کومار و سایر پزشکان خارجی نمیدهد. او کاری به آسایش و آرامش شما ندارد. سازمان میخواهد شما به عنوان جراح 24 ساعت در خدمت باشید. پاسخگوی نیازهای درمانی این شهر و حومه بشوید. مسئولیت اورژانس‌های زنان را به علت نبودن متخصص زنان بپذیرید. ماهی 8000 تومان به شما میدهد. دلار هم نمیدهد. چه بهتر از این؟
شما راست میگید آقای مدیر. من خودم را خیلی ارزان فروختم. سالهاست به عنوان جراح در این شهر کار میکنم. شما میدانید که بابت سرپرستی بیمارستان ریالی دریافت نمیکنم. در این شهر بیمارستان خصوصی هم نیست تا 2 کار خصوصی انجام دهم. آینده خانواده چه خواهد شد؟ با این حقوق و مزایا تنها یه ماشین قراضه دارم که دایم باید بدم تعمیر. هزینه زندگی بالا رفته، مدارس خصوصی پولهای زیادی میگیرند. من چه کار باید بکنم؟ درسته که من در فکر مادیات نبودم، ولی آخه در ازای این همه زحمتی که میکشم دست کم نباید دغدغه اداری زندگی داشته باشم. درسته قربان، کاملا حق دارید. نظر من اینه که با رئیس سازمان امور درمان یا رئیس دانشگاه علوم پزشکی صحبت کنید. الان یک نامه به ایشان مینویسم و درخواست انتقال میکنم. انتقال یعنی میخواهید از اینجا بروید؟ به کجا؟ به مرکز استان. کافیه این چند سال خدمت کردم. حال نوبت کس دیگری است. من که تا ابد نباید اینجا باشم. دکتر مردد بود چه کند؟ آیا در مورد کمال از طریق دوامی خبر بگیرد یا نه؟ سرانجام طاقت نیاورد و به او زنگ زد. سلام، حال شما خوبه؟ سلام دکتر عزیز، بله من خوبم، شما چطورید؟ با خانواده دیدار کردید؟ مرخصی خوش گذشت؟ تشکر، بله خوب بود. مدت‌ها خانواده را ندیده بودم. امری دارید؟ در خدمتم. راستش میخواستم شما را ببینم، حضوری صحبت کنم. بسیار خوب، در خدمتم. نزدیک ظهر پیش شما هستم. متشکرم، لطف میکنید. خواهش میکنم. فعلا خدا حافظ. پس از این صحبت کوتاه، دکتر برای دیدن یک مورد اورژانس زنان به زایشگاه رفت. در آنجا یک خانم حامله 9 ماهه را ویزیت کرد که درد داشت و ماما اظهار داشت کیسه آب پاره است و وضعیت جنین بریچ است. دکتر دستکش پوشید و معاینه کرد. پای بچه بیرون آمده. رضایت عمل بگیرید. فوری آماده کنید. رضایت گرفتیم آقای دکتر. رزرو خون هم انجام شده. بفرستید اتاق عمل. به سرعت به اتاق عمل رفت و مریض را گرفتند و تیم آماده شد. زائو سزارین شد و صدای گریه نوزاد از بیرون اتاق عمل به گوش رسید. همراهان زائو خوشحال شدند. وقتی به پایان عمل نزدیک شد، به دکتر خبر داد مهمان دارد. راهنمایی کنید به اتاقم، تا 10 دقیقه دیگر خدمت میرسم. به سرعت لباس را عوض کرد، روپوش سفید پوشید و به دفتر کار رفت. سلام، بفرمایید. سلام دکتر عزیز، خسته نباشید. دکتر دستور چای داد. همین وقت مردی با یک جعبه شیرینی وارد اتاق شد و به طرف دکتر رفت و او را بوسید و شیرینی را روی میز گذاشت. از دکتر تشکر کرد و خارج شد. شوهر خانمی است که سزارین شد. دکتر دستت درد نکنه. الان اگر شما نبودی تکلیف این زن بیچاره چه بود؟ چه بلایی سر بچه‌اش می اومد؟ شما را خدا فرستاده. باور نمی‌کنی؟ خودت هم نمی‌دونی. دکتر لبخندی زد و چیزی نگفت. دوامی طوری با خوشحالی به چهره که دکتر نگاه می‌کرد که انگار پس از مدت‌ها کسی را که مشتاق دیدارش بود می‌بیند. شما برای اهالی این شهر نعمتی هستید. من می‌خوام از اینجا برم دوست عزیز. نه، برای چه؟ اتفاقی افتاده؟ دکتر مختصری از شرایط کاری، خستگی و کمی درآمد و نداشتن آینده‌ای روشن در صورت اقامت طولانی در آنجا را شرح داد. دوامی حرفای او را تایید کرد و اظهار تأسف نمود. اما آقای دوامی، من به خاطر موضوع دیگری از شما خواهش کردم تشریف بیارید. بفرمایید دکتر عزیز، من آماده شنیدنم و هر کمکی از من ساخته باشد در خدمت شما هستم. آقای سلامی، یکی از دوستان که در دانشگاه با هم آشنا شده بودیم، اخیراً دستگیر شده. همسرش از محل نگهداریش اطلاع ندارد و معلوم نیست جرمش چیه و چه خواهد شد. به گروه و حزب خاصی وابسته نبود؟ تا آنجا که من میدانم خیر. اندیشه‌های انتقادی و سیاسی داشت، ولی نه به هیچ دسته‌ای. لطفاً مشخصات را به من بده دکتر جان. دکتر اسم و تلفن و آنچه را که کمک می‌کرد داد. دوامی قول داد به محض دریافت اطلاعاتی از کمال او را آگاه کند. طرح یک وعده غذای گرم برای همه پرسنل در بیمارستان با استقبال شدید کارمندان اداری و درمانی روبرو شد. همه از مدیر و رئیس تشکر می‌کردند. بعضی حتی تعجب می‌کردند، در حالی که در هیچ جای استان چنین اقدامی نشده. چگونه در یک شهرستان دور افتاده بدون داشتن مجوز دست به چنین کاری زدند؟ درجه رضایتمندی آنها بالا رفته بود. کم کم به دکتر به دیده یک دوست و برادر نگاه می‌کردند. کم کم صدای اعتراض کارمندان بیمارستان‌های استان بلند شد. همه خواستار یک وعده غذای گرم شدند. هر قدر رئیس دانشگاه گفت ما چنین بودجه‌ای نداریم، آنها قانع نشدند و شهرستان مرزی را نمونه اجرای این طرح ذکر می‌کردند. رئیس دانشگاه با عصبانیت دستور تماس با دکتر اسفندیار را داد. الو، دکتر اسفندیار؟ بله، بفرمایید جناب رئیس، خودم هستم. آقا این چه بساطی راه انداختید؟ این کارها چیه؟ چه کاری جناب رئیس؟ از چی سخن میگید؟
آقای دکتر، دادن غذای گرم به همه بیمارستان را با چه دستور یا مجوزی انجام می‌دهید؟ دادن غذا به پرسنل شریف و زحمتکش مجوز می‌خواهد؟ چه ضرری به دانشگاه می‌رسد؟ آقای دکتر، صدای همه بیمارستان‌ها در اومده، همه کارمندان نهار می‌خواند. خب این موضوع چه ربطی به من دارد؟ به همه غذا بدید. با کدوم بودجه به همه غذا بدیم آقای دکتر؟ من چه میدونم آقای رئیس، این هم به من ربط نداره. بنده از محل صرفه‌جویی در اعتبارات بیمارستان هزینه این کار را تامین کردم. از شما ریالی بابت این کار گرفتم؟ فردا ممکن است طرح دیگری را پیاده کنم. شاید بخواهیم برای بچه‌های بعضی پرسنل خدمات کفش یا کلاه بخریم. چه مانع دارد؟ کار خیر است نیست؟ از آن سوی خط هیچ صدایی نیامد. بعد از 10 ثانیه که اینطور. بسیار خوب. خدا حافظ. خدا حافظ. 8. اسفند، از دوامی خبری نشد؟ نه منیشه، هنوز هیچ خبری نیست. نمیخوای یه زنگ به خانم کمال بزنی؟ چه فایده داره؟ اگر خبر تازه ای داشت به من زنگ میزد. صبر میکنیم ببینیم چه میشود. درباره درخواست انتقال هم جوابی نیامده؟ امروز قرار است مدیر برای مأموریت به مرکز برود. به او سفارش میکنم پیگیر جواب نامه هم شود. خدا کنه موافقت کنند. بیش از 5 سال است که اینجا هستیم. برای خدمت کردن کافی نیست؟ یه جراح دیگه بیاد مدتی اینجا کار کنه. من هم همین درخواست را داشتم. باید یه جراح تازه بیاد تا با رفتنم موافقت کنند. خودم خسته شدم. مسئولیت اورژانس زنان و کار بیمارستان هم استرس زیادی رو تحمیل میکنه. در هر حال من پیگیر هستم. آن روز وقتی وارد بیمارستان شد، تصمیم گرفت کمی در حیاط بیمارستان قدم بزند و بازدید کند. از باغبان خواست کمی بیشتر به باغچه‌ها رسیدگی کند. به خدمات گفت برگ‌های روی زمین را جمع کنند و کمی حیاط را بشویند. بعد به قسمت پشت رفت. در ته انبار مقدار زیادی وسایل اسقاطی و تایر ماشین، آهن‌آلات و مقدار زیادی خرت و پرت ریخته بود. در ته انبار سرباز، در گوشه ی حیاط نزدیک به زباله‌سوز، چشمش به جیپ سفید رنگی افتاد که سالها در آن گوشه افتاده بود و چرخ نداشت. گرچه چند بار قبلا آن را دیده بود، ولی این دفعه حس کنجکاویش تحریک شد. جلوتر رفت. نگاهی به داخل جیپ کرد. جز صندلی راننده بقیه صندلی‌ها نبود. چراغ‌ها شکسته بود و آینه نداشت. چند جا ضربه دیده و رنگش رفته بود. دکتر یکی از خدمات را صدا کرد و به او گفت: مسئول نقلیه را بگو فوراً اینجا بیاید. الان قربان. چند دقیقه بعد مسئول نقلیه که مرد 4 شانه و بلند قدی بود نزد او آمد. بعد از سلام و احوالپرسی دکتر سوال کرد: استاد، قضیه این جیپ چیه؟ اموال بیمارستانه؟ چرا سالهاست اینجا افتاده و خاک میخوره؟ مسئول نقلیه ضمن اینکه کاپوت سنگین جیپ را باز میکرد گفت: جناب دکتر، این ماشین عالیه. موتورش رو ملاحظه بفرمایید، آمریکایی است. هنوز با یک استارت روشن میشود. گرچه خیلی از وسایلش را بردند، ولی قابل تعمیر و استفاده است. دکتر گفت: اگر از اموال بیمارستانه چه کسی وسایل آن را برده؟ مگه اینجا نگهبان نداره؟ با کدام مجوز؟ خیلی خوب، هر چه زودتر ماشین را میبرید تعمیرگاه و تمام وسایلش را تهیه و راه اندازی و رنگ و نقاشی میکنید کاملا آماده باشد. اطاعت میکنم قربان. به خدا منتظر چنین دستوری بودم. این ماشین خیلی دوست داشتنیه. باور کنید هر وقت میدیدم گریه‌ام میگرفت جناب دکتر. بقیه این آتشغالا را جمع کنید. اینجا خیلی بی‌نظمه. 2 تا نیروی خدماتی به شما میدم. اینجا را مرتب کنید. به دفتر کارش برگشت. افکارش مغشوش بود. نمیدانست برای چه. تلفن زنگ زد. بله، بفرمایید. سلام دکتر، دوامی هستم. تا 10 دقیقه دیگر خدمت میرسم. خواهش میکنم، منتظر شما هستم. 10 دقیقه بعد به در اتاق ریاست چند ضربه خورد. بفرمایید داخل. دوامی وارد شد. دست داد و روی صندلی کنار میز نشست. چهرهش مثل همیشه باز نبود و این گواهی میداد که حامل خبرهای خوبی نیست. دکتر دستور چای داد و از پشت میز آمد روبروی او نشست. منتظر ماند تا آن مرد که از نهاد اطلاعاتی بود شروع کند. دوامی دستی به ریش بلند صورت کشید و گفت: دکتر عزیز، لطفاً این حرفها که میزنیم بین خودمان بماند و به جای درز نکند. شخص مورد نظر شما مشکل زیادی دارد. او از اعضای یک شبکه برانداز و جاسوس سرویس موساد و CIA است و به این راحتی خلاصی ندارد. سعی کنید از این مورد فاصله بگیرید. باور کردنی نیست، امکان ندارد. او عضو هیچ گروهی نیست، ولی حقیقت دارد. خودش اعتراف کرده است. اعتراف به چی؟ که جاسوس است؟ خیر آقای محترم، او مرد شریفی است، به شدت وطن دوست و مردمی است. او تنها یک آدم اهل مطالعه و به اصطلاح روشنفکر و فعال اجتماعی است. به تازگی هم مریضی سختی داشت که در حال درمان بود. مأمور اطلاعات فنجان چای را برداشت و جرعه‌ای نوشید و تبسم تلخی گوشه لبش ظاهر شد. نگاه عمیقی به چشمای دکتر کرد. دکتر عزیز،
چایتان سرد شد. میل کنید. لطفاً آرام باشید و دچار احساسات نشوید. شخص مورد نظر خود به جاسوسی اقرار کرده و ممکن است همین روزا اعترافات او از سیما پخش شود. عجب، اقرار کرده؟ در چه شرایطی اقرار کرده؟ منظور شما چیست؟ می‌خواهید بگویید با فشار مجبور به اقرار شده؟ گیرم اینطور باشد. در هر صورت اعتراف به جرم کرده و همین برای قاضی مدرک است. چرا قبول نمی‌کنید که شرایط این آدم سخت است؟ قبول دارم که در شرایط سختی گیر کرده است، ولی باور ندارم که گناهی مرتکب شده باشد. اگر در تلویزیون هم بیاید مردم باور نمی‌کنند. همه یک دسیسه است. چرا باید برای به دام انداختن این شخص دسیسه کنند؟ آقای دوامی، شما خوب اطلاع دارید که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای به قول خودتان تعدادی عنصر خودسر بی هیچ دلیلی نویسندگان یا شاعران، افراد روشنفکر یا فعال سیاسی اجتماعی را به قتل رساندند که البته بعداً افشا شد. ولی آمرین و فتوا دهندگان را افشا نکردند و اون پرونده را سریع جمع کردند. اکنون هم آن روند به شکل دیگری ادامه دارد، ولی برای قتل باید دلیلی بتراشند. دوامی صورتش کمی منقبض شد و کاملا معلوم بود که از این بحث خوشنود نیست. دکتر بلند شد و کمی در اتاق قدم زد. هر دو ساکت بودند. تلفن زنگ زد. دکتر رفت پشت میز و به پرستاری که از بخش زنگ زده بود پاسخ داد. دوباره برگشت و روبروی او نشست. منتظر بود او شروع کند. دوامی گفت: دکتر، صلاح نیست این حرفا را بزنید. کمی مراقب باشید. ببینید، ما مثل دو مرد یا دو برادر داریم با هم حرف میزنیم. چرا از گفتن یا شنیدن این صحبت‌ها ابا داریم؟ این مسئله، یعنی اعتراف گرفتن یا اقرار علیه خود، تاریخچه دیرینه دارد. استالین هزاران مورد از این را در کارنامه دارد. جمهوری اسلامی نیز زمان کوتاهی بعد از به قدرت رسیدن از این شیوه استفاده کرد و این اولین مورد نیست. دکتر، خواهش می‌کنم لطفاً ادامه ندید. بسیار خوب برادر، ادامه نمیدم، ولی نمیتوانم نگویم که کمال انسان شریف، آزاده و میهن‌دوستی است و این وصله ها به او نمیچسبد. مرد اطلاعاتی از جای خود بلند شد و پیش از خداحافظی گفت: دکتر، مواظب خود باشید، جای دیگر از این حرفا نزنید. میتوانم یک سوال بکنم؟ کمال الان کجاست؟ به خانمش اجازه دادند او را ببیند؟ اوین، بله، ملاقات داشته. خداحافظ. خداحافظ. 9. مدیر بیمارستان در بازگشت از مأموریت اطلاع داد که مرکز با انتقال دکتر اسفندیار موافق است، ولی تا آمدن جراح بعدی که 6 ماه طول می‌کشد باید صبر کند. خبر خوبی بود که دکتر به منیژه رساند. منیژه خوشحال شد و آن را به پروین اطلاع داد. مدتی بعد از باز شدن مرز، بیمارستان شلوغ شده بود. مریض‌های آن طرف درصد بزرگی از مراجعه کنندگان را تشکیل می‌دادند که دکتر سخت درگیر آنها بود و تعداد عملها افزایش یافته و موارد اورژانس هم بیشتر شده بود. دکتر جریان ملاقات با دوامی را برای منیژه تعریف کرد و بعد زنگی به منزل کمال زد. کسی پاسخ نداد. منیژه گفت: نگران حال کمال هستم. چه بلایی سرش آوردن که مجبور به اقرار شد؟ اگر راست باشد و اقرار کرده باشد که جاسوس بوده، دیگه خلاصی نداره. حکم سنگین به او میدهند و شاید اعدام. نه منیژه، فکر نکنم او مرتکب جرمی نشده. صرفاً فعالیت مدنی داشته و فعال سیاسی بوده. همین؟ فکر می‌کنی دیگرانی که شکنجه و اعدام شدند یا در پروژه قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند چه کاری بیشتر از کمال کردند؟ آنها کاری به بیگناهی یا باگناه بودن ندارند. هیچ یک از احکام صادره متناسب با جرم نبوده، وگرنه کمالی که فعال سیاسی منتقد نظام است، نه عضو دسته‌ای بوده، نه آدم کشته. حکمش حداکثر 6 ماه تا 1 سال حبس است. درسته عزیزم، نمیدونم، شاید حق با تو باشه. سرم درد میکنه، میخوام کمی استراحت کنم. مسئول نقلیه به دکتر اطلاع داد که ماشین جیپ را از تعمیرگاه تحویل گرفته. در حیاط بیمارستان آماده است. تشریف بیارید ببینید. دکتر به اتفاق مدیر رفتند نزدیک نگهبانی نگاهی بکنند. ماشین نو به نظر می رسید. لاستیک‌های نو، صندلی‌ها مرتب و موتور بی‌نقص بدون صدای زیادی روشن بود. دکتر و مدیر توی جیپ نشستند و راننده حرکت کرد. از بیمارستان خارج و وارد خیابان خلوت کنار ساحل شد. راننده گاز داد و سرعت ماشین بالا رفت. بعد نگاهی به دکتر کرد که نظر او را بداند. دکتر لبخندی زد. عالیه، باز هم گاز بده. ها، خیلی خوب، عالی. راضی هستید دکتر؟ ماشین آماده است. سرویس روغن موتور و ترمز و غیره همه چیز بازدید شده. بسیار خوب، برگردیم. سویچ این ماشین دست خودت باشه. به شما میگم چه وقت از آن استفاده کنیم. مدیر گفت: آقای دکتر، این همه برای این بیمارستان کار کردید، زحمت کشیدید، برای عمران، برای آموزش، برای درمان بیماران. چطور می‌خواهید از اینجا بروید؟ مسئول نقلیه با تعجب پرسید: چی گفتید آقای مدیر؟ دکتر میخواد از اینجا بره؟ من گریم میگیره. باور نمی‌کنم. خدا شاهد، همه ما، تمام بیمارستان به دکتر ایمان دارند. برادر ماست. همه دوستش دارند. کجا؟ نه.
دکتر با دست به بازوی راننده زد و تبسم کرد. نه عزیزم، به این زودی نمیرم. مواظب ماشین باش. این هفته با 2 یا 3 نفر دیگر از همکاران صبح تعطیل تا آبشار خواهیم رفت و صبحانه را پای آبشار خواهیم خورد. کدوم آبشار جناب دکتر؟ 30 کیلومتر خارج شهر. بعد می‌بینی جای باصفاییه. دکتر به اتفاق مدیر به اتاق کار برگشت. تعداد زیادی نامه روی میز بود. از مدیر خواهش کرد نامه‌ها را بخواند و برای بعضی از آنها پاسخ کوتاهی نوشت. در پایان مدیر خواست به اتفاق سری به آشپزخانه بزنند. ظهر بود و کارمندان برای نهار می آمدند. سرویس کم کم شلوغ می شد. دکتر و مدیر هم در صف غذا ماندند. آشپز گفت: آقای دکتر، شما بفرمایید بنشینید. من غذا را بیارم. خیر جناب، سرویس است. من هم مثل همه. تشکر. غذا را گرفتند و رفتند پشت یکی از میزها نشستند و مشغول شدند. مدیر پرسید: کیفیت غذا چطور است؟ خیلی عالیه. یادتون باشه یه تشویقی همراه یه هدیه به آشپز بدیم. با طرحی که پیاده شد، کار پرسنل آشپزخانه هم زیاد شده. باید از آنها قدردانی شود. بعد با دست به آشپز اشاره کرد و او آمد. چه امری دارید دکتر؟ می‌خواستم از طرف مدیریت بیمارستان از شما تشکر کنم. کیفیت غذا هم بسیار خوب است. حتما زحمات شما را در نظر می‌گیریم. بفرمایید. تشکر جناب دکتر. تشکر جناب مدیر. البته این طرح به ابتکار مدیر عملی شد. مدیر تشکر کرد و گفت: جناب دکتر، خبر جالب به شما بدم. این کار ما باعث شد الان در تمام استان بیمارستان‌ها نهار میدند. چه جالب، پس تسلیم شدند. تسلیم خواسته کارکنان. در اداره کل استان بودم. به من گفتند این دکتر اسفندیار کیه؟ دمش گرم. حال این آقایون رو گرفته. سلام ما رو برسون، بگو دیگه طرحی نداری؟ ای والله. دکتر، مدیر و آشپز هر سه خندیدند. از صدای خندگی آنها همه جمعیت که غذا می‌خوردند به آن سمت نگاه کردند. دکتر بلند شد و ضمن دست تکان دادن برای آنها با مدیر از آنجا خارج شد. 10. صبح خیلی زود از خواب بیدار شد. راد و کتایون خوابیده بودند. او همیشه عادت داشت که صبح زود بیدار شود. بعد از شستن دست و رو، مانتو و روسری را پوشید. جلوی آینه بزرگ سرسرا خود را دید. چند تار موی سپید در دو طرف به چشمش خورد. این اولین بار بود که میدید مویش سپید شده است و دریافت که در آستانه پیری است. ولی ترکیب صورت، دهان و لبها تغییر نکرده بود و خصوصاً چشمهای آهویی هنوز جلوه خود را داشت. از خانه بیرون آمد و به سمت نانوایی سر خیابان رفت. نسیم خنکی از روبرو می‌وزید و صورتش را نوازش می‌داد. خیابان خلوت بود. گاهی ماشینی به سرعت رد می‌شد. به نانوایی رسید. یک عدد نان تازه و گرم گرفت. آن را لای پارچه تمیز مخصوص نان گذاشت و برگشت. می‌دانست که به این زودی شوهرش و کتایون بیدار نمی‌شوند. در فکر این بود که چای تازه دم کند و بساط صبحانه را بچیند تا آنها بیدار شوند. نصف راه را برگشته بود که یک مرتبه صدای ترمز یک ماشین به گوش رسید. یک سواری سفید رنگ جلوی پایش ایستاد و یک نفر از صندلی جلو پیاده شد و به طرف او آمد. خانم پروین؟ بله، شما؟ ما مأمور امنیت هستیم. لطفاً با ما بیایید. پروین دید 2 نفر دیگر در صندلی عقب ماشین نشستند و راننده هم پشت فرمان است. جمعاً 4 نفر بودند. گفت: چرا باید با شما بیام؟ از کجا که مأمور هستید؟ مرد کارت شناسایی خود را از جیب کاپشن درآورد و نشان داد. این هم حکم بازداشت شما. یک کاغذ را به او نشان داد. بفرمایید. من به چه جرمی بازداشت می‌شوم؟ شما بفرمایید، بعداً توضیح داده میشه. او را در صندلی عقب نشاندند و 2 مرد هم در 2 طرف او نشستند. ماشین راه افتاد. مردی که سرپرست تیم بود و در صندلی جلو نشسته بود با بیسیم اعلام کرد مورد دستگیر شد. آفتاب تا دیوار حیاط بالا آمده بود. راد از بستر خارج شد. به دستشویی رفت و صورت را اصلاح کرد. بعد به کتایون سری زد. هنوز خواب بود. مدتی با تلویزیون مشغول شد تا کتایون بیدار شد. او هم دست و صورتش را شست و به حال آمد. سلام، صبح بخیر پدر جان. صبح بخیر دخترم. مادر کجاست؟ فکر کنم رفته نان تازه بگیره. الان دیگه خیلی دیره. مادر معمولا صبح زود میره نانوایی. درسته. شاید امروز کمی دیر رفته باشه.
ممکنه نانوایی هم شلوغ باشه. الان دیگه باید پیداش شه. راد به حیاط آمد. به باغ نگاهی انداخت. پروین دوست داشت روی نیمکت بین درختان بنشیند و هوایی بخورد. در خانه را باز کرد و نگاهی به خیابان انداخت. از دور دید که جلوی نانوایی یک نفر ایستاده و خلوت است. کم کم دچار اضطراب شد. با خود فکر کرد یعنی چه؟ کجا ممکنه رفته باشه؟ تالار که عصر میرفت. در را بست و برگشت به حال. کتایون پرسید خبری نیست؟ یعنی چه؟ مادر کجا رفته؟ خیر، اثری نیست. کتایون متوجه شد که آقای راد بیقرار است و نمیداند چه کار کند. سرگردان از حال به اتاق می رود و برمیگردد و مرتب قدم می زند. کتایون گفت پدر جان، نگران نباش. من الان چای را دم می کنم. تا شما یه استکان چای بخورید مادر برگشته. لطفاً آرام باشید. بفرمایید بنشینید. کتایون عزیزم، یه لیوان آب سرد به من بده. آب سرد را سر کشید. به ساعت نگاه کرد. ساعت 10 صبح بود. افکار متنوعی مغزش را آشفته کرد. خدای من، پروین جانم تو کجایی؟ کتایون گفت پدر، توی سفره نان نیست. یقینا به نانوایی رفته. ولی چرا تا الان بر نگشته نمیدانم. راد از جا بلند شد. کجا پدر جان؟ تا نانوایی سری میزنم. برمیگردم. به سرعت فاصله خانه تا نانوایی را طی کرد. وقتی رسید شاطر گفت چه شده آقای راد؟ دنبال چیزی میگردی؟ خانم شما چیزی گم کرده؟ اینجا اومده بود؟ آره، یه نونه تازه دادم خدمتشون. ساعت 7 صبح بود. اتفاقی افتاده؟ خیر، من رفته بودم ورزش. گفتم اگه بچه ها نون نگرفتن من بگیرم. مرسی، خدا حافظ. در دلش گفت آخه پروین جان، ساعت 7 اینجا بودی نون گرفتی؟ کجا رفتی عزیزم؟ الان ساعت 10:30 صبح. به خانه برگشت. حالش به شدت گرفته بود. هنوز توی حیاط بود که کتایون داد زد پدر بیا بالا بیا. چی شده خبریه؟ رفت بالا. توی ها روی کاناپه نشست. پدر جان ناراحت نشو. مادر زنگ زد. زنگ زد؟ از کجا؟ بفرمایید بنشینید. آرام باش. بله زنگ زد. از کمیته. از کمیته؟ بله. معلوم صبح موقع برگشت از نانوایی وسط راه دستگیرش کردند. گفت فعلا خوب است. پرسیدم به چه جرمی بازداشت شدی؟ گفت میگن فساد و تبلیغ علیه نظام. همین. خب دیگه چیزی نگفت؟ نه. کلاً 1 دقیقه هم نشد. یعنی نذاشتن صحبت کنه. راد توی مبل وا رفت. دستش را روی صورتش گرفت و گریه کرد. کتایون هم اشکش را پاک کرد. بعد یک چای برای راد ریخت. پدر جان، یه چای بخور. بعد فکر کن چه کاری میشه کرد. پروین من، آخ، فدات بشم. چه بلایی سرت اومد؟ بعد به دستشویی رفت و آب سرد به صورتش پاشید. آمد نشست. چایش را سر کشید. بعد لباس پوشید و گفت دخترم، من باید برم دنبالش. تو این شهر 100 تا رفیق دارم. مگه میذارم پروین من اونجا باشه؟ ناراحت نباش. با تو تماس میگیرم. ماشین را روشن کرد و از خانه خارج شد. کتایون بسیار ناراحت بود. گریه میکرد و عکس مادر و راد را که روی میز جلوی تلویزیون بود نگاه میکرد و با خودش حرف میزد. دلش خیلی گرفته بود. تصمیم گرفت با دکتر یا منیژه حرف بزند. شماره منزل دکتر را گرفت. منیژه گوشی را برداشت. جانم، بفرمایید. کتایون جون تو هستی؟ قربونت برم. خوبی؟ نه منیژه جان، اصلا خوب نیستم. داداش هست؟ چی شده عزیزم؟ اسفند بیمارستانه. مادر توسط کمیته بازداشت شده. چی گفتی؟ پروین خانم؟ برای چی؟ ای وای، متاسفم. کتایون گریه کرد و تلفن قطع شد. بلافاصله منیژه با بیمارستان تماس گرفت. دکتر سر عمل بود. پیام داد تماس بگیرد. نیم ساعت بعد دکتر با منزل تماس گرفت. سلام منیژه، چه خبر؟ کاری داشتی؟ زنگ زدی؟ بگو. اسفند، متاسفم که خبر بدی میدم. چاره ندارم. باید بگم مادر چی؟ مادر بازداشت شده. چی میگی منیژه؟ مادر؟ کی گفته؟ نیم ساعت پیش کتایون زنگ زد. اطلاع داد. بعد گریه کرد و خیلی خوب باشه. من با آقای راد تماس میگیرم. او تلفن همراه دارد. هر جا باشه پیداش میکنم. خدا حافظ. موفق نشد با راد تماس بگیرد. به فکر فرو رفت. نمیدانست چه کند. از آن طرف کمال و حالا پروین اسیر این آدم‌های بیرحم شده‌اند. چه میتوان کرد؟ چند ضربه به در اتاق نواخته شد. بفرمایید داخل.
دکتر داشت به تلفن جواب میداد و ندید چه کسی وارد شد و سلام کرد. فقط جواب سلام را داد. وقتی گوشی تلفن را گذاشت و سرش را بلند کرد جا خورد. دوامی جلوش ایستاده بود. اوه آقای دوامی، شما هستید؟ بفرمایید بنشینید. نشست و در چهره دکتر آثاری از گرفتاری مشاهده کرد. ببخشید این موقع مزاحم شدم. باید قبلا زنگ می‌زدم. فرمایش شما؟ عذر میخوام. یکی از بستگان از جنوب اومده مهمان ماست. دچار خونریزی شدید زنانگی است. الان همینجا تو زایشگاه است. خیلی بیحال و کم خونه. بریم ببینیم. هر دو به طرف زایشگاه رفتند. دوامی بیرون منتظر ماند. دکتر وارد شد و با ماماها در مورد مریض صحبت کرد. آقای دکتر، سقط جنین 8 هفته است. آزمایش و درخواست خون شده. رگ گرفتیم. سرم سریع میگیرد. کم خون است و خونریزی ادامه دارد. آماده کنید. رضایت عمل بگیرید. برای یک کورتاژ آماده شود. پیگیر خون مریض باشید. چشم آقای دکتر. از زایشگاه بیرون آمد. به دوامی گفت تا 10 دقیقه دیگر میره اتاق عمل برای یک کورتاژ. دکتر، خودتان انجام میدهید؟ بله. دکتر زنان که نداریم. داریم؟ درسته. تمام زحمت ها با شماست. ای کاش این مسئولان قدر شما را میدانستند. دکتر به زور لبخندی زد. داشت میرفت به اتاقش که سلامی به دنبالش راه افتاد و آهسته گفت: دکتر، ناراحت به نظر میایی. از من دلخور هستی؟ نه جناب، از شما چرا؟ من کلاً از وضع این سیستم دلخورم. این وضع درمانش، اون وضع اقتصاد و سیاستش و امنیتش. وارد اتاق شدند. همین وقت تلفن زنگ زد. الو، بفرمایید. آقای راد شمایید؟ من چند بار سعی کردم تماس بگیرم، موفق نشدم. چه خبر دارید؟ چه کار کردید؟ مادر کجاست؟ دکتر جان، من الان با یکی از دوستان توی یک کمیته هستم. اینطور که فهمیدیم پروین فعلا در انفرادی است. هنوز بازجویی نشده و معلوم نیست تا کی باید اینجا باشد. نگفتند اتهام چیست؟ فساد و اقدام علیه امنیت نظام. پروین چه اقدامی علیه امنیت کرده؟ نمیدانم. شاید همان جلسات بحث‌های شبانه منظور باشد. بسیار خوب. فعلا خدا حافظ. بعد از قطع تماس تلفنی همانجا پشت میز نشست و به فکر فرو رفت. دوامی پرسید: اتفاقی افتاده؟ نه، مهم نیست. احتمالاً سوء تفاهمی رخ داده. تلفن زنگ زد و اطلاع دادند که مریض در اتاق عمل آماده است. من میرم اتاق عمل. فرمایشی نیست؟ من بیرون اتاق عمل میمانم. 11. عمل دکتر 1 ربع ساعت طول کشید. وقتی از اتاق عمل خارج شد به دوامی گفت که مشکل حل شده و حال بیمار خوب است و خون تزریق شده و فعلا بستری و تحت نظر است. بعد هر دو به اتاق ریاست برگشتند. دوامی ضمن تشکر فراوان گفت: دکتر عزیز، من شما را خیلی دوست دارم. مثل برادرم هستی. دلم می‌خواهد هر کاری بکنم ولی شما را مکدر نبینم. احساس می‌کنم از من فاصله گرفتید یا به من اعتماد ندارید. مشکل چیه؟ حدود نیم ساعت پیش از موضوعی امنیتی پشت خط حرف زدی. به من بگو دکترم. اگر هیچ کار نتوانم انجام دهم اطلاعاتی به دست خواهم آورد و شما را در جریان می‌ذارم. ببین آقای محترم، صبح امروز مادرم موقع برگشتن از نانوایی توسط اکیپی از همکاران شما دستگیر می شود و الان در انفرادی بازداشت است. گفتند به اتهام فساد و اقدام علیه امنیت نظام، چیزی که به هر کسی که می گیرند نسبت می دهند. مادر شما؟ عجب. بسیار خوب. من فردا صبح آنجا هستم. خودم پیگیر قضیه‌ام. نگران نباش. قول میدهم هر چه زودتر آزاد شود. همین الان با مرکز آنجا تماس میگیرم. شب با شما تماس خواهم گرفت. فعلا مرخص میشوم. بار دیگر از شما تشکر میکنم. پیش از رفتن کمی به دکتر نزدیک شد و آهسته گفت: دکتر، روی دوستی من حساب کن. خدا حافظ. بعد از رفتن او دکتر کمی در درون احساس آرامش کرد. گرچه چندان به قول این طایفه باور نداشت، ولی ندایی در درون به او میگفت: باور کن، درست میشه. عصر خیلی زود مطب را تعطیل کرد. بی‌حوصله بود. وقتی به خانه رسید منیژه پرسید: چه خبر اسفند؟ با آقای را تماس گرفتی؟ بله، با او حرف زدم. گفت که مادر در بند انفرادی است و هنوز بازجویی نشده است. البته این خبرها را به کمک دوستش که در کمیته آشنا دارد به دست آورد. الهی بمیرم. مادر جون واقعا بیگناه است. او امشب باید در انفرادی باشد. به چه جرمی؟ اینکه در تالار کار کرده؟ معلوم نیست منیژه. شاید شب‌های زیادی در انفرادی باشد. نه فقط امشب. این آدم‌ها نقشه ها دارند. تا اعتراف نگیرند ول کنند. منیژه زار زار گریست. دکتر دستی به سرش کشید و گفت: آرام باش عزیزم. گریه نکن. تلفن زنگ زد. دکتر فکر کرده از بیمارستان است. حتما بیمار اورژانسی مراجعه کرده است، اما اشتباه بود. سلام دکتر. دوامی هستم. خواستم اطلاع بدم که مادر از بند انفرادی به بند عمومی منتقل شد. فردا صبح هم من در جلسه بازجویی شرکت دارم. نگران نباش. من خودم ضامنش هستم.
میتونم فردا بیام؟ لازم نیست، ولی اگه دوست داری صبح زود میام دنبال شما. متشکرم، اطلاع میدم. خداحافظ. چی شد اسفند؟ حرف زن. کی بود؟ دوامی بود. گفت که مادر را به بند عمومی بردن. گفت که نگران نباش. عجیبه. خب خدا رو شکر. چی عجیبه اسفند؟ نمیدونم منیژه، باور کردنی نیست. مگه میشه حتی یک شب هم در انفرادی نگه ندارند؟ معمولا تا انجام بازجویی زندانی رو آنجا نگه میدارند. یعنی ممکنه دوامی کاری کرده باشه؟ پس بی خود نبود گفت روی دوستی من حساب کن. یعنی میشه توی اینها هم. چرا فکر میکنی نمیشه اسفند؟ اینها هم آدمند، احساس دارند، عاطفه دارند، همه که گرگ نیستند. دکتر در فکر بود. نمیتوانست باور کند. در هر حال ته دلش خوشحال بود. گوشی را برداشت، زنگ زد. کتایون جواب داد. داداش چطوری، خوبی؟ همین الان خبردار شدیم که مادر از انفرادی خلاص یافت. آقای راد هست؟ بگو صحبت کند. سلام دکتر عزیز، نگران نباش. پروین به بند عمومی منتقل شد. خبر داشتم. الان آرامم. شما خوب هستی؟ بله دکتر جان، ما خوبیم. از کجا خبر داشتی؟ بگذریم. همون که او را از بند خلاص کرد فردا در جریان بازجویی هست. نگران نباشید. عجب، پس شما؟ خیلی خوب، متشکرم. کاری ندارید؟ نه آقای راد، فعلا خداحافظ. صبح به بیمارستان رفت و مریضها را ویزیت کرد. حال مریض دوامی هم خوب بود. با دستور دارویی مرخصش کرد. بعد به اتاق ریاست رفت. کمی نشست و فکر کرد. به نامه‌ها نگاهی کرد و بعضی را پاسخ داد. مدیر بیمارستان آمد. به خدمات گفت چای بیاورند. مدیر گفت که خبر خوبی دارد. دکتر پرسید چه خبر خوبی دارید؟ البته برای ما خوب نیست. جانشین شما تا یک هفته دیگر خود را به بیمارستان معرفی می‌کند. راست میگی جناب مدیر؟ از کی شنیدی؟ همکاران مرکز استان به من اطلاع دادند. یک جراح تازه فارغ التحصیل آمده و به زودی ابلاغ می‌گیرد که به اینجا بیاد. چه خوب شد. دیگه وقتش بود که برم به زادگاهم. مسئول نقلیه در زد و وارد شد. سلام جناب رئیس. سلام آقای مدیر. سلام، بفرمایید بنشینید. چای میل کنید. قربان، فردا جمعه است. برنامه چیه؟ ماشین آماده است. اوه، راست میگید. خوب شد یادآوری کردی. فردا صبحانه را کنار آبشار میخوریم. وسایل شخصی مثل لیوان، قاشق و غیره همراه بیاورید. اونجا سرده، لباس گرم یادتون نره. غذا چطور؟ نان تازه سر راه میگیریم. بقیه با من. ما 4 نفریم. راننده، آقای مدیر، من و یکی از بچه‌های اتاق عمل. بسیار خوب. صبح آماده باشید. میام دنبالتون. راننده رفت. دکتر و مدیر تنها شدند. در مورد آماده کردن دفاتر آمار و اسناد و مدارک برای تحویل به جانشین حرف زدند. گرگ‌ها. امیرسامان گیلانی. راوی نسیم. تولید و پخش فایل صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. بخش 8. 1. ماشین جیپ سفید رنگ مثل باد از سربالایی بالا می رفت بدون اینکه ناله‌ای بکند یا زور اضافی بزند. نرم و چابک دستاندازها و پستی و بلندی‌ها را طی می‌کرد. هوا آفتابی و نسیم صبحگاهی فرح بخش بود. تا جایی که امکان داشت در جاده خاکی پیش رفتند. دکتر گفت از اینجا دیگر جاده مالرو است. ماشین را در یکی از خانه‌های روستایی پارک کردند. کوله‌ها را برداشتند و دنبال مرد روستایی به طرف جنگل سرازیر شدند. مرد گفت تا آبشار 15 دقیقه راه است. به آبشار رسیدند. ارتفاع آن حدود 20 متر بود و آب با حجم زیاد و با شدت به داخل حوضچه پای آبشار می‌ریخت. مرد روستایی اشاره کرد که یک چشمه درست در سمت روبروی آبشار است که می‌توانند از آب گوارای آن استفاده کنند. به دستور دکتر هیزم جمع کردند و آتش روشن کردند و کتری بزرگ را که از آب چشمه پر شده بود روی 3 سنگ داخل آتش گذاشتند. سفره‌ای پهن شد. نان تازه، پنیر و تخم مرغ روی آن چیده شد. دکتر شلوار را بالا زد و تا زانو وارد آب حوض پای آبشار شد و گفت خیلی سرده. بعد دست و صورت را با آب شست. دوستی که در اتاق عمل کار می‌کرد بخش صوت خود را روشن کرد و زمزمه عاشقانه این فضا را آهنگین کرد. آب که جوش آمد آقای مدیر بساط چای را برپا کرد و قوری بزرگ چای را روی کتری گذاشت و آتش را کم کرد تا دم بکشد.
همه سر حال و شاد بودند و گرم صحبت شدند. هر یک خاطره ای گفتند و خندیدند. احساس می کردند هیچ غمی ندارند و تمام تلخی های زندگی را فراموش کرده اند. روز قشنگی را آغاز کرده بودند. آقای مدیر برای همه چای ریخت. دکتر گفت یک لیوان اضافه آورده تا برای مرد روستایی چای بریزد. به به، چه چای خوش رنگی، چه عطری داره. تشکر از همه و آقای مدیر که چنین چای دلچسبی دم کرده است. نان تازه، پنیر، تخم مرغ و خرما با چای تازه در فضای زیبای جنگل با صدای آبشار و آواز پرندگان کوهی عیش همه را کامل کرد. کم کم آفتاب بالا آمد. هوا شرجی و گرم شد. هرچه به طرف ظهر نزدیکتر میشد، هوا گرمتر میشد. تصمیم گرفتند بساط را جمع کنند و برگردند. یک مرتبه دیدند یک نفر پشت آبشار روی سنگ‌ها لخت با مایو فریاد زد و شیرجه رفت به داخل حوض پای آبشار. کی بود؟ کی بود؟ دکتر سرش را از آب بیرون آورد و با شوق فریادی کشید. 3 نفر دیگر هم لخت شدند و با شلوارک در آب پریدند. آب سرد بود ولی خیلی زود به آن عادت کردند. سر و صدای زیادی به پا کردند و تا ظهر توی آب ماندند و لذت بردند. در راه برگشت دکتر گفت: دوستان، اولین برنامه ورزشی تفریحی اجرا شد. گروه فوق برنامه بیمارستان هر هفته میتواند با هماهنگی اعضای داوطلب برای کوه، آبشار و صحرا برنامه ریزی کند. اگر افراد زیادتر شدند، یک مینیبوس کرایه شود. ما باید بودجه‌ای برای این کار اختصاص بدیم. درسته آقای مدیر یا خیر؟ کاملا جناب دکتر. من قول می‌دهم در هر شرایطی بودجه کمی برای آن در نظر بگیرم. بسیار خوب دوستان. سعی کنید از این امتیازات استفاده کنید. ورزش، کوهنوردی، پیکنیک و فعالیت‌های فرهنگی مثل کتابخوانی و غیره را ادامه دهید. من چه باشم چه نباشم، شما باید از حق خود برای بهره بری از فوق برنامه استفاده کنید. ممکن است چند هفته‌ای بیشتر مهمان شما نباشم. از کاری که در این مدت کردم راضیم و از همه شما که به من کمک کردید سپاسگزارم. بساط را جمع کردند و تا ظهر به شهر رسیدند. 2. دوامی زنگ زد و گفت: دکتر، من دفاع جانانه‌ای از مادر کردم و کلیه اتهامات او را مردود دانستم. در خاتمه ضمانت او را بر عهده گرفتم و به قید ضمانت آزاد می شود. کی آقای دوامی؟ تا فردا صبح انشاءالله. بسیار ممنون. دکتر، من باید بازدیدی از منزل مسکونی مادر بکنم. بازدید چرا؟ احتمالاً دستگاه شنودی در آنجا کار گذاشته شده است. چطور؟ بعداً توضیح میدم. فردا بعد از آزادی مادر ظهر مزاحم میشم. خواهش میکنم. من هستم. خدا حافظ. دکتر هاج و واج ایستاده بود و فکر میکرد. منیژه پرسید: جریان چیه اسفند؟ منیژه، دوامی گفت مادر فردا آزاد میشود. او گفت ضمانت مادر را پذیرفته است. عجب، اسفند او کار بزرگی کرده. جداً خیلی ریسک کرده. فردا ممکنه برای خودش بد بشه. میدانم آدم عجیبی است. به من گفت فردا ظهر برای بازدید به خانه راد می آید. فکر می کند آنجا شنود کار گذاشتند. منیژه بلند شو بریم. کجا اسفند؟ منزل آقای راد. فردا صبح باید آنجا باشیم. الان زنگی به کتایون میزنم. الو کتایون، سلام، خوبی؟ سلام داداش. بله بد نیستم. چه خبر؟ سلامتی. اگر آقای راد هست بگو صحبت کنه. سلام دکتر جان، خوبی؟ چه خبر داری؟ شما خبری از مادر نداری؟ نه. معلوم نیست چقدر حبس براش ببرند. بیچاره پروین. نگران نباش. فردا آزاد می شود. چی؟ چی گفتی؟ راست میگی دکترم؟ فردا؟ از کجا فهمیدی؟ بعد صحبت می کنیم. ما امشب آنجاییم. الان راه میافتیم. فعلا خدا حافظ. خیلی زود وسایل لازم را جمع کردند. زنگی به مدیر بیمارستان زد و درخواست 2 روز مرخصی اضطراری کرد و راه افتادند. شب بود که رسیدند. راد درب بزرگ خانه را باز کرد و به دکتر و منیژه کمک کرد وسایلشان را بالا آوردند. بعد دور میز بزرگ سالن نشستند. راد خواست چیزی در مورد رژیم و سیاست بگوید که دکتر با انگشت اشاره او را دعوت به سکوت کرد.
بعد با اشاره به گوشها حالی کرد که ممکن است بشنوند. راد داشت شاخ در می آورد. با خود فکر می کرد یعنی چه؟ دکتر از کجا می داند که پروین فردا آزاد می شود و توی این خانه موش داره و موش گوش داره، در حالی که همان روز توی کمیته به او گفته بودند که جرم پروین خیلی سنگین است و به این زودی ها آزاد نمی شود. حتی یکی از پاسداران که دوستش را می شناخت گفته بود 100 ضرب شلاق و حداقل 5 سال حبس رو شاخشه. دکتر گفت که گرسنه اند و از کتایون پرسید خواهر شام چی به ما میدی؟ قربونت برم داداش، الان آماده میکنم. شام لوبیای داغ و کباب به شما میدم. آقای راد کباب عالی درست کرده. من هم لوبیا درست کردم. به به، چه شبی میشه امشب. با دست به راد اشاره کرد که مشروب را بیاورد. منیژه رفت به کتایون برای آماده کردن شام کمک کند. آقای راد یک بطر ودکا گذاشت جلوی اسفندیار و آهسته گفت شاد و مطمئن به نظر میرسی دکتر. بگو با مشروب چی میخوری؟ هرچه شما میخوری من هم همون. من مشروب نمیخورم. چشمش پر از اشک شد. پروین من تو زندانه. من چطور میتونم؟ اسفندیار بلند شد او را بغل کرد و بوسید. بعد توی گوشش گفت خیالت راحت باشه. پروین صحیح و سالمه و فردا قبل از ظهر اینجاست. بیا 2 تا پیک با هم بزنیم. زود باش، من گرسنمه. راد در حالی که اشک شوق میریخت گفت حرف تو را باور میکنم دکتر عزیزم. باشه، هرچی تو بگی در خدمتم. راد کمی سیب زمینی سرخ کرده و ترشی همراه با سالاد آورد و روی میز چید. دکتر 2 پیمانه ودکا ریخت. راد نشست و توی چشمهای دکتر نگاه کرد. با نگاهش از او سوال داشت. تو از کجا مطمئنی؟ دکتر گیلاس مشروبش را بالا برد و به سلامتی راد سر کشید. نوش، خوشم میاد که در هر شرایطی کم نمیاری دکتر. شام آماده شد. همه نشستند و مشغول شدند. دکتر و راد چند گیلاس پی در پی خالی کردند. شام خوردند و حسابی سر حال آمدند. دکتر گفت بریم توی حیاط هوایی بخوریم. راد چراغ‌های حیاط را روشن کرد و هر دو رفتند روی یکی از نیمکت‌ها نشستند. اینجا میتونی صحبت کنی؟ آره آقای راد. آنچه از دوامی شنیده بود برایش تعریف کرد و گفت احتمال دارد حرفهای شبانه شما را شنود کرده باشند. کی ممکنه این کار را کرده باشه دکتر؟ تو جلسات شبانه مهمان هم داشتید؟ بله، بعضی شبها مهمانها هم در بحث شرکت می‌کردند. بسیار خوب، پس حله. جلسات خانگیتان لو رفته جانم. دکتر، شما چطور به این آدم همون اطلاعاتی اعتماد می‌کنید؟ این سوال سختیه. شاید نتونم پاسخ قانع کننده ای بدم، ولی یقینا تا فردا پاسخ قطعی را میگیری. یادم آخرین باری که دیدمش موقعی خداحافظی گفت دکتر روی دوستی من حساب کن. و شما حساب کردی درسته؟ نمیدانم، شاید چاره دیگری نداشتم. اگر نمی‌کردم چه میتوانستم بکنم؟ حداکثر با دوستی آشنایی میرفتم دنبال قضیه. کاری که شما کردی. به جایی رسیدی؟ آقای راد، گاهی ندایی در درون آدم میگه که این درسته. بدون هیچ دلیل میپذیری. برای شما هیچ وقت پیش آمد؟ راد چیزی نگفت. سرش پایین بود. راد صبح زود بیدار شد. هنوز هوا کاملا روشن نشده بود. نیم ساعت در حیاط خانه مشغول آب دادن گلها و درختها شد. در همان حال بی‌تاب بود و با خود فکر میکرد آیا ممکن است امروز پروین برگردد؟ بعد از خانه بیرون رفت و نان تازه گرفت و برگشت. میز صبحانه را در آشپزخانه چید. منتظر بیدار شدن بقیه ماند. کم کم سایرین بیدار شدند. صبح بخیر آقای راد. صبح بخیر دکتر جان. دکتر بعد از اینکه دست و روی خود را شست کنار راد آمد و نشست. احساس کرد کمی اضطراب دارد ولی سعی کرد بروز ندهد. مدام این فکر آزارش میداد. اگر پروین آزاد نشود. نگاهی به راد کرد. چطوری آقای راد؟ کمی بیقرارم دکتر. احساس میکنم در دلم آشوب است. میفهمم. خودم هم دلشوره دارم. همه بیدار شده بودند و صبحانه آماده بود. دکتر یک قرص آرام بخش به راد داد. خود نیز خورد. پای میز ناشتایی همه ساکت بودند. گویی همه یک سوال داشتند ولی بر زبان نمی آوردند. پروین خواهد آمد؟ بعد از ناشتایی راد، دکتر، منیژه و کتایون در سالن گرد هم آمدند. باد خنک صبحگاهی از راه پنجره ها به داخل می آمد و صورت آنها را نوازش می کرد.
چشمها هر چند دقیقه ساعت را نگاه می‌کردند. هنوز 2 ساعت به ظهر باقی بود. راد بیتابانه در سالن راه می‌رفت. گاهی به اتاق می‌رفت و دوباره به سالن برمیگشت. کتایون دختر کوچولو را روی زانو نشانده بود و قصه می‌گفت و در همان حال موهایش را گیس می‌کرد. دکتر یک مجله قدیمی را ورق می‌زد و منیژه سرش را روی دسته مبل گذاشته و چشمهایش را بسته بود. 1 ساعت به ظهر باقی مانده بود که زنگ در به منزل به صدا درآمد. همه از جا پریدند. دکتر و راد جلوتر از همه به طرف حیاط رفتند. کتایون گوشی آیفون را برداشت و درب را باز کرد و داد زد: مادره! راد به وسط حیاط رسیده بود که در باز شد و پروین در آستانه در نمایان شد. دکتر پشت سر راد بود. راد گویی نای برداشتن قدم دیگری را نداشت. ایستاد. در حالی که بی اختیار اشک می‌ریخت، برگشت و به دکتر نگاه کرد. شاید می‌خواست بگوید پاسخ سؤال دیشب را گرفته است. دکتر لبخند زد. پروین هم پایش سست شده بود. به کندی پیش می‌آمد. دکتر پشت سر او یک هیکل مردانه را دید. دوامی بود. پروین وقتی به راد رسید، پرید در آغوشش و راد با فشار او را بغل کرد و سر و صورتش را غرق بوسه کرد. همه توی حیاط بودند. دکتر رفت با دوامی دست داد و تشکر کرد. درب منزل را بست و راهنمایی کرد بالا بیاید. دوامی با کمی خجالت پا به داخل سالن گذاشت و نشست. خواهر، چای برای دوستمان. مرسی. چشم داداش، الان. پروین و راد توی حیاط روی نیمکت دقایقی نشستند. بعد کم کم بالا آمدند. دکتر به راد گفت: آقای دوامی را معرفی می‌کنم. خوشوقتم، شما ناجی من هستید. بفرمایید بنشینید. همه نشستند. دوامی با همه آنها احوالپرسی کرد و بعد چای نوشید. پس از آن چند بار با دقت اطراف و گوشه و کنار سقف را نگاه کرد. دکتر پرسید: دنبال چی می‌گردید؟ او جواب نداد. از آقای راد سوال کرد: معمولاً مهمان جلسات شبانه روی کدام صندلی می‌نشست؟ ما همه دور میز غذاخوری می‌نشستیم. مهمان معمولاً روی این می‌نشست. اشاره به صندلی کنار شومینه کرد. دوامی از روی کاناپه بلند شد و رومیزی را کنار زد و رفت زیر میز و همه جا را با دست بررسی کرد. وقتی به صندلی کنار شومینه رسید، دستش به شیء بسیار کوچک فلزی خورد که خاصیت آهنربایی داشت. آن را کند و از زیر میز بیرون آمد. بسیار خوب، تمام شد. یعنی چی تمام شد؟ شنود را یافتید؟ بله، حالا آزاد هستید. هر چه می‌خواهید بگویید. همه ساکت بودند. هیچ کس نمی‌دانست چه بگوید و از چه بگوید. در این میان حال پروین از همه خرابتر بود و نگاه مات او بر روی اسفندیار ثابت مانده و در چهره‌اش اثری از زندگی دیده نمی‌شد. رنگش زرد بود و هیچ حرکتی در چهره‌اش دیده نمی‌شد. انگار هر لحظه در حال فروپاشیدن است. دوامی گویی خیالی آسوده یافته باشد، نفس عمیقی کشید و به صندلی تکیه داد و تهماندگی چای خود را سر کشید و گفت: با اجازه، من مرخص می‌شوم. بسیار خوشحالم که به قولم وفا کردم. امیدوارم پس از این احتیاط بیشتری بکنید. دوستان، خدا حافظ. از جایش بلند شد. با دکتر و راد دست داد و به طرف در رفت. طول حیاط را طی کردند. کنار درب منزل دکتر گفت: آقای دوامی، روی دوستی شما حساب کرده بودم. سربلندم کردیم. شما تا کی اینجا هستید؟ تا فردا برمیگردم. هنوز در شهرستان مرزی کار دارم. گرچه به زودی منتقل میشوم. موفق باشید. خدا حافظ دوست من. 3. بعد از رفتن دوامی، همه خانواده خوشحال از بازگشت پروین دور هم بودند. راد با نگاه از دکتر تشکر می‌کرد. به من ایمان دارد، به خاطر من حاضر است همه کاری بکند. عجیب است بین این آدم‌ها. منیژه گفت: من قبلا هم به اسفند گفتم، همه جا آدم‌های با انصاف و درست پیدا میشه، مگه نه؟ کتایون در حالی که سینی چای را روی میز می‌گذاشت گفت: بفرمایید چای. این حرف منیژه جان درسته. آدم خوب همه جا هست. ولی دوستان، متوجه هستید ما در حال خوشی ندارد؟ تا الان کلمه ای نگفته است. با توجه به سابقه بیماری به نظر افسرده است. درسته؟ راد به طرف او رفت و گفت: پروین جان، خسته ای، درسته؟ چرا یک کلمه نمیگی؟ میدانم دچار شوک شدی. لااقل چیزی بخور. چای میل کن عزیزم. میخوای بری استراحت کنی؟ پروین با تکان سر تایید کرد. راد زیر بغل او را گرفت، کمک کرد.
بلند شد و به طرف اتاق خواب رفت. روی تخت دراز کشید. همه نگران شدند. کتایون با چشم اشک‌آلود اظهار کرد: نکنه بلایی سرش اومده باشه. دیگران او را آرام کردند و اطمینان دادند که طوری نیست. 3 روز در حبس بوده و 1 مرتبه محیطش تغییر کرده و خستگی روحی دارد و یقیناً با استراحت بهبود می‌یابد. فردای آن روز دکتر به اتفاق منیژه و دختر کوچولو به محل زندگی و کار برگشت. مدت‌ها در فکر این بود خبری از کمال بگیرد. در اولین فرصت تماس گرفت. با ناباوری پشت خط صدای زن کمال گفت: سلام دکتر، شما هستید؟ بله عزیزم، شما چطورید؟ از کمال خبر دارید؟ بعد از 6 ماه اولین بار موفق به ملاقات او شدم. حال نزاری دارد، به شدت شکنجه شده. او و چند نفر دیگر را به جرم ترور دانشمندان هسته‌ای تا حد مرگ شکنجه کردند و اقرار گرفتند و تازه فهمیدند اشتباه بوده است. عجب که اینطور. حال چه خواهد شد؟ آزاد خواهند شد؟ معلوم نیست. میخواهند مطمئن شوند این موضوع درس پیدا نکند. مگه میشه؟ اگر خبر جدیدی داشتید مرا مطلع کنید. در ضمن اگر کمکی خواستید خواهش میکنم به من بگویید. آخرین روزهای کاری در بیمارستان بود. تا چند روز بعد جانشین او خود را معرفی میکرد. دکتر به بخش‌های مختلف سر میزد و خداحافظی میکرد. در حیاط بیمارستان قدم میزد. یاد اولین روزهایی که به اینجا آمده بود میافتاد و کارهایی را که کرده بود در ذهنش مرور میکرد. در همین اوقات 1 بار با دوامی ملاقاتی داشت و چند ساعت با هم گفتگو کردند. او از حال مادر پرسید. مادر وضع روحی خوبی ندارد، حرف نمیزند، غذا نمیخورد و کلاً دچار افسردگی شدید است. به پزشک مراجعه کردند، دارو مصرف میکند، ولی هنوز رو به راه نشده. از نظر شما عجیب نیست؟ چه چیز عجیب است؟ اینکه مدت کوتاهی در حبس بوده و حالا چنین واکنشی دارد. آیا در زندان اتفاقی رخ نداده که تا این اندازه او را پریشان کرده باشد؟ نه، فکر نمی کنم دکتر عزیز. ملاحظه کردید که من شب همان اولین روز بازداشت دخالت و ضمانت کردم و همان شب از انفرادی خارج شد. درسته دوست من و از این بابت تمام خانواده از شما سپاسگزاریم. متشکرم. وظیفه دوستی حکم می‌کرد که کمک کنم و شما را از پریشانی برهانم. شما به خیلی انسان‌ها کمک کردید و جان خیلی‌ها را نجات دادید. من در این شهر ناظر بودم. آقای دوامی، یادتان هست از دوستی در پایتخت خواستم خبری بگیرید؟ آقا کمال بود نه؟ درسته. امروز با خانمش حرف زدم. یادتونه گفتید از گروه‌های برانداز است و بعد بحث کردیم؟ آره دکتر عزیز، یادمه. میدونی در حوزه کاری من نیست. از بچه‌های آنجا چیزهایی شنیده بودم که به شما اطلاع دادم. بعد شما شیوه‌های اقرارگیری و استالینیسم و از این حرفا رو مطرح کردید. بله؟ امروز خانمش گفت اشتباهی از او و چند تن اعتراف گرفتند که در قتل دانشمندان هسته‌ای دست داشتند. حالا تکلیفشان چه می‌شود؟ احتمالاً فرد یا افراد اصلی را پیدا کردند. اگر پیدا نمی‌کردند، شانس آورد، وگرنه شانس آورد تا سرحد مرگ شکنجه شد، نه و نمرد. دکترم، تو این شغل همه چی ممکنه اتفاق بیفته و گاهی اجتناب ناپذیره. در حرفه شما هم ممکنه اشتباه بشه، نمیشه؟ با شما موافق نیستم آقای دوامی، اما پیش از هر چیز سوالی دارم. آیا شما این حرفه را دوست دارید؟ به این شغل عشق می‌ورزید؟ البته من شنیدم که شما پسر شهید هستید. من هم در یک جبهه به کشور خدمت می‌کنم. خدمت؟ نصف شب ریختن به خانه مردم و اعضای خانواده را پریشان کردن و ایجاد رعب و وحشت و تمام وسایل منزل را به هم ریختن و جلوی چشمان کودک به مادر یا پدر دست بند زدن خدمت است؟ خدمت به کی و چی؟ شما در خدمت مردم هستید؟ اگر این کار نشود دشمنان نظام بیکار نمی‌مانند. ساواک هم همین کار را می‌کرد. از نظر آنها هم نظام مقدس بود. وقتی می‌روید به یک نویسنده دستبند می‌زنید یعنی چه؟ او که اسلحه ندارد. تنها سلاح او قلم اوست. اینقدر از قلم وحشت دارید؟ هر کس برخلاف شما بگوید بنویسد یا فکر کند دشمن است. هر کی از منافع ملت بگوید از نظر شما خطرناک است. شما در کنار مردم نیستید آقای دوامی. شما در مقابل مردمید. اکثریت همین مردم که شما از آنها دفاع می‌کنید عاشق نظامند. اینک خیر. ممکن بود زمانی، اما الان نه، اینطور نیست.
راست میگویید یک انتخابات آزاد با نظارت جهانی برگزار کنید معلوم می شود. امروز بعد از این همه فساد و غارت ثروت ملی با برنامه‌های ضد مردمی، رژیم دیگر طرفداران سابق را ندارد. دوست عزیز، هنوز به سوال من پاسخ ندادی. این شغل را دوست داری؟ چرا این سوال را میپرسی؟ چون احساس من این است این کار با روحیه انسانی شما هماهنگ نیست. دقیقاً نمیدونم، شاید اشتباه میکنم. کسی که تحمل دارد ساعتها با یک آدم مخالف این نظام گپ بزند قاعدتاً نباید بازجوی یا دست کم بازجوی شکنجهگر باشد. اشتباه میکنم؟ نه چندان، ولی لزوماً یک اطلاعاتی بازجو نیست یا به متهم فشار نمی آورد. بیشتر تحقیق و تفحص مطرح است. تحقیق و تفحص اگر بدون فشار به متهم باشد مانعی ندارد، اما به محض اینکه کوچکترین توهین یا دست درازی به وی شود مصداق شکنجه است و از لحاظ حقوق بین الملل جرم است. ترساندن زندانی، آزار روحی، حبس انفرادی و تهدید افراد خانوادگی متهم، همه اینها جرم است عزیز من. اگر سردش شود و وسایل گرم کننده مثل پتو در اختیار نداشته باشد جرم است. دکتر، خیلی با عطوفت و انسان دوستانه با متهمان رفتار میکنی. این سوسول بازی ها کدومه؟ دزد را اگه دوتا نخوابانی تو گوشش که حرف نمیزنه جانم. نزنه. شما حق ندارید کتک بزنید. خلاف میکنید. شما باید از راههای فنی و علمی جرم او را ثابت کنید، نه با ضرب و شتم. از این گذشته شما یک سری قوانین ظالمانه دارید که مربوط به دوران توحش است. مثل قطع عضو، تازیانه، سنگسار، پرت کردن از بلندی، اعدام و غیره. اینها بر اساس علم فقه است. ما نمیتوانیم در این مورد اظهار نظر کنیم، مثل اینکه قبلا نیز در این باره صحبت کردیم. علم فقه؟ فقه علم است. علم دستاوردی است که بر اساس پژوهش و تجربه‌های زیاد و با روش مخصوص حاصل و اثبات شده است. آنچه فقها گفتند مشتی اراجیف است که پشتوانه علمی ندارد. شما در جایگاهی نیستید که عالمان دینی را به چالش بکشید. عالم دینی خود اشکال دارد، زیرا عالم که دینی نمی شود و دین که ربطی به علم ندارد. حال بگذاریم، گیرم همه اینها صحیح باشد. از شما میپرسم چرا قاضی اسلامی برای دزدی که چند قرص نان دزدیده جزای قطع انگشت صادر میکند، ولی شخصی که میلیاردها دلار اختلاس کرده به راحتی از مملکت بیرون میرود یا محکوم به پرداخت جزای نقدی و حبس کوتاه مدت میشود؟ من که علم قضا بلد نیستم دکتر عزیز. درسته، اتفاقاً اکثر قضات ما هم درس حقوق و قضاوت نخواندند و ملا هستند، ولی عقل به ما میگوید احکام صادره ناعادلانه است. مثلا برای یک جوان به علت تبلیغ علیه نظام 5 یا 6 سال حبس و 100 ضرب شلاق حکم میدهند. دیر وقت بود. کارمندان بیمارستان تعطیل شده بودند. دوامی بلند شد. دکتر گفت که چند روز دیگر منتقل خواهد شد و ممکن است تا مدتی او را نبیند. ضمناً گفت اگر در بحث با صراحت سخن گفته و موجب ناراحتی خاطر شده عذرخواهی می‌کند. دوامی اظهار داشت اصلا ناراحت نشده و دکتر را در مرکز استان خواهد دید. دست دادند و خداحافظی کردند. 4. شب بود. باد سردی از حیاط از راه پنجره به داخل هال می‌وزید. آقای راد مشغول تماشای تلویزیون بود. هر چند دقیقه سری به پروین که توی اتاق خوابیده بود میزد. کتایون در اتاقش مطالعه میکرد. پروین عزیزم چطوری؟ گرسنه نیستی؟ چیزی نمیخوای؟ به آرامی سرش را به طرف صدا برگردان و با صدای بیجان گفت آب. راد به سرعت رفت، یک پارچه آب و لیوان آورد و روی میز کوچک کنار تخت گذاشت. سرش را بلند کرد و کمی آب به او داد. بعد باز پرسید غذا نمیخوری؟ پروین با اشاره سر امتناع کرد. از وقتی که آزاد شده و به خانه برگشته بود هیچ غذا نخورد. جز چند کلمه سخن نگفت. بی حال و بی رمق افتاده بود. حتی نزد پزشک هم نتوانست برود. کتایون تلفنی وضعش را به اطلاع دکتر میرساند. یک بار هم به اتفاق راد پیش دکتر رفت و سابقه بیماری و جریان اخیر را شرح داد. مقداری دارو تجویز شد که به زحمت به او دادند. راد ساعتها بالای سرش نشست و به او دلداری و اطمینان داد که خوب خواهد شد. رنگ به چهره نداشت. به زحمت و با کمک به دستشویی میرفت و چشمان آهویی او بی‌فروغ بود. راد چند بار تصمیم گرفت او را به بیمارستان ببرد. ولی کتایون گفت مشکل او جسمی نیست. اگر به مریض خانگی روانی هم برده شود همین داروهاست و کمکی نمی شود.
یک بار پزشک عمومی به بالین او آمد و معاینه کرد و گفت از نظر فیزیکی مشکلی ندارد و چند قلم داروی تقویتی نوشت و گفت در صورتی که مایعات هم نخورد سرم تزریق گردد. آن شب فکری در سر بیمار او جرقه زد. دانست که برای عملی کردن آن نیاز به کمی انرژی دارد. پس به راد گفت کمی غذا می‌خواهد. پرسید چی دوست داری پروین جان؟ چه بیارم بخوری عزیزم؟ کمی نان و عسل برام بیار. همین جمله را گفت و خسته شد. نای نداشت. چشماش را بست. راد از شادی دست و پایش را گم کرد. کتایون را صدا زد. او آمد. چی شده پدر جان؟ دنبال چی می‌گردی؟ کتایون، مادر غذا می‌خواد. میگه نان و عسل بده. وای خدای من. کتایون گفت بسیار خوب، شما برو بالا سرش، الان میارم. بعد در یک سینی چند تکه نان، در ظرفی کوچک مقداری عسل و یک تکه کره و یک لیوان چای گذاشت و به اتاق برد. به زحمت چند لقمه درست کرد و در دهانش گذاشت. سعی کرد و بلعید. بعد بقیه عسل را در چای حل کرد و آرام آرام به او خوراند. پروین برق خوشحالی را در نگاه راد و دخترش مشاهده کرد. نفس عمیقی کشید و چشمش را بست. 2 ساعت از نیمه شب گذشته بود. راد و کتایون خواب بودند. آهسته بلند شد و دقایقی لب تخت نشست تا سرش گیج نرود. سپس بلند شد. به طرف کتابخانه رفت. یک ورق کاغذ برداشت و با قلمی به روی تخت برگشت. روی لبه تخت کنار میز کوچک نشست و مطالبی روی کاغذ نوشت. بعد یک لیوان آب ریخت. ظرف دارو را که روی میز بود پیش کشید و تمام قرص‌های دارو را که بیش از 30 یا 40 عدد بود با حوصله خورد. 2 لیوان آب نوشید. بعد آهسته دراز کشید. راد در طول شب چند بار چشمایش را باز کرد و دید پروین خوابیده است. سپیده که زد بلند شد و به حیاط رفت و در نسیم صبح گاهی نفس کشید و قدم زد. دقایقی زیر درختها نشست. به یاد روزهایی افتاد که با پروین کنار هم می نشستند و او سرش را روی شانه‌اش می گذاشت. چه لحظه‌های قشنگی بود. امیدوار بازگشت این لحظات بود. با خود فکر می کرد خیلی خوب شد. دیشب چند لقمه غذا خورد. این نشانه خوبی است. به بالا برگشت. پروین هنوز خواب بود. به دستشویی رفت و بعد دوباره به اتاق که نیمه تاریک بود سر زد و پروین را صدا کرد. هیچ عکس‌العملی ندید. رفت بالای سرش. صدا کرد. پروین جان، عزیزم، بیدار شو. دستش را گرفت. سرد بود. دستش را روی پیشانیش گذاشت. مثل یخ بود. تکانش داد. پروین، بیدار شو. فریاد زد. کتایون! کتایون سراسیمه از تخت بلند شد. چی شده پدر جان؟ چرا فریاد زدی؟ نگاه کن کتایون، مادر تکان نمیخورد. بدنش سرد است. نفس نمیکشد. چراغ را روشن کن پدر. این چیه؟ این کاغذ چیه؟ داروها؟ نکنه همه را خورده باشد. مادر یک تکه یخ بود. راد فریاد زد. وای خدای من، چه خاکی به سر کنم. کتایون، نبض دارد؟ پاشو ببریمش بیمارستان. عجله کن. نه پدر جان، کار از کار گذشته. آخ مادر جان، چرا این کار را کردی؟ چشمش به کاغذ افتاد. آن را برداشت، خواند و غش کرد. 5. دوامی در اداره اطلاعات شنید که یکی از زندانیانی که تازه آزاد شده بود خودکشی کرد. کنجکاوانه پرسید کی؟ چرا؟ همکارش پاسخ داد همان که شما ضمانتش را کردی، خانم پروین. چی شد؟ فوت کرد؟ چرا خودکشی کرد؟ معلوم نیست. دوامی گیج و منگ در جایش خشکک زد. همکارش پرسید آشنات بود؟ با تکان سر تایید کرد و راه افتاد. در حیاط اداره کمی نشست. سرش را خم کرد و بین دستهایش محکم گرفت و بی اختیار گریه کرد. چشمانش را پاک کرد و از اداره بیرون زد و به طرف خانه راد راه افتاد. جلوی در خانه آگهی فوت را خواند. بعد به سمت گورستان حرکت کرد. از دور جمعیت سیاه‌پوشی را دید که دور گور تازه‌ای ایستاده بودند و زاری می‌کردند. هرچه نزدیکتر می‌شد، صدای ناله‌ها و حقحق گریه بلندتر می‌شد. دکتر اسفندیار را دید که سیاه‌پوش ایستاده، در سوگ مادر با دست‌ها صورتش را پوشانده و آرام می‌گرید. نمی‌دانست چه کند، چه بگوید. آهسته به سمت گور رفت و انگشتش را روی خاک نمناک گذاشت و فاتحه خواند. بعد بلند شد و به طرف اسفندیار رفت و او را در آغوش گرفت و زار زار گریست. چند بار تکرار کرد. دکتر، چرا؟ اسفندیار دست در جیب کرد و کاغذ پاره ای را بیرون آورد و به طرف او دراز کرد. دوامی با اکراه آن کاغذ را از دکتر گرفت
و از جمعیت دور شد. هوا تاریک شده بود و باد سردی می‌وزید. نم نم باران می‌بارید. دوامی در درون اضطراب داشت. این نامه چی می‌خواهد بگوید؟ یعنی راز مرگ پروین در این کاغذ است. زیر تیر چراغ رفت و کاغذ را باز کرد. عزیزانم، اسفندیار، کتایون وراد، تحمل من تمام شده است. حاضر بودم سالها در زندان بمانم، ولی آنچه این چند روز در حبس به من گذشت مرا نابود کرد. خلاصه کنم، 3 دیو، 3 خوک کثیف به من حمله و تجاوز کردند. وجود، شخصیت و همه چیز مرا به آتش کشیدند. دیگر نمیتوانم با این حال زندگی کنم. مرا ببخشید. خدا حافظ. پروین. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avogaboo.com